نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران. نویسنده دکتر مسعود انصاری. سال انتشار 1360. راوی نسیم. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تاریخ اجرا اردیبهشت 1400. تعداد صفحات 98 صفحه. موضوع تحقیقی ممنوعه. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. مجله اینترنتی آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com تقدیم به روان پاک پیکارگرانی که در راه آزادی شهد شهادت نوشیدند. هدف این کتاب: پس از سقوط رژیم سلطنتی در ایران در بهمن ماه سال 57 و روی کار آمدن رژیم آیت الله خمینی، روحانیون ایران به کرات ادعا کرده اند که در انقلاب مشروطیت سال 1324 هجری قمری نیز نقش مؤثری داشته و انقلاب مذکور نیز به وسیله آنها رهبری شده است. هدف این کتاب آن است که با توجه به اسناد و مدارک معتبر فارسی و غیر فارسی، نقش علما و روحانیون را در وقایع مهم تاریخ معاصر ایران و مخصوصاً انقلاب مشروطیت سال 1324 هجری قمری و وجوه تشابه آن با انقلاب سال 1357 و همچنین سایر رویدادهای مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، به طوری که اسناد و مدارک معتبر تاریخی که در این تحقیق به آنها استناد شده است حکایت می‌کنند روحانیون در تمام طول تاریخ موضع ضد ملی داشته و هر زمانی که به منظور تأمین مصلحت طبقاتی و نفع شخصی خود در سیاست دخالت کرده اند، کشور را سالها به عقب رانده اند. این خط مشی مسلم روحانیت نه تنها در انقلاب مشروطیت سال 1324 هجری قمری و انقلاب سال 1357 شمسی، بلکه در جنگ‌های ایران و روس، وقایع تاریخی زمان قاجاریه و سایر وقایع مهم سیاسی کشور نیز پیوسته مصداق داشته که با توجه به ده‌ها مأخذ معتبر فارسی و غیر فارسی در این کتاب تشریح شده است. در جنگ‌های ایران و روسیه به طوری که به نحو مشروح و مستدل با اشاره به ده‌ها مدرک معتبر تشریح خواهد شد، آخوندها فتح علی شاه را برای جنگ با روسیه تحت فشار و مضیقه قرار دادند و حتی به طور صراحت به وی اعلام داشتند که اگر او از ورود در جنگ با روسیه خودداری کند، خود آنها با روسیه وارد جنگ خواهند شد. اما هنگامی که فتح علی شاه با روسیه وارد جنگ شد، روحانیون تراز اول شهر تبریز به رهبری مجتهد درجه اول شهر میرفتح به عباس میرزا خیانت، تبریز را تسلیم سپاه روسیه کردند و میرفتح از ایران فرار کرد و به روسیه پناهنده شد. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه نیز بر طبق نوشته ادوارد برون و روزنامه تایمز، به طوری که شرح آن در جای خود خواهد آمد، روحانیون وی را صراحتاً تهدید کردند که هرگاه به خواستهای آنها عمل نکند، سلطان عثمانی را به عنوان خلیفه مسلمانان برای تصرف خاک ایران و اضافه کردن آن به قلمرو عثمانی دعوت خواهند کرد.
و اما در جریان انقلاب مشروطیت اکثریت بزرگی از علما و روحانیون طراز اول و همچنین علمای درجه دوم نه تنها با انقلاب مشروطیت و روی کار آمدن یک حکومت پارلمانتاریسم متکی به قانون اساسی و مجلس قانونگذاری مخالفت می‌ورزیدند، بلکه با محمد علی شاه همدست شده و از حکومت استبداد او به شدت طرفداری می‌کردند. مخالفت علما و روحانیون با ایجاد یک حکومت پارلمانتاریسم در ایران در سال 1325 هجری قمری آغاز، در نیمه دوم سال مذکور به اوج رسید و تا آخر سال 1326 ادامه پیدا کرد. اما عوامل مهمی سبب شده اند که این موضوع از انظار عمومی پنهان مانده و ذکری از آن در وقایع مربوط به تاریخ مشروطیت ایران به عمل نیاید. عوامل مذکور عبارتند از وجود دو مجتهد معروف، سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در صدر مبارزان مشروطه طلب که از بانیان مجلس شورای ملی به شمار می‌روند، پشتیبانی 3 نفر از مراجع تقلید نجف از انقلاب مشروطیت، حمایت بسیاری از طلاب جوان از انقلاب مذکور و فعالیت گروه قلیلی از سایر روحانیون در انقلاب مورد نظر. به علاوه در اثنای ماه‌های اول سال 1327 مخالفت شدید طرفداران مشروطیت با رژیم مستبد محمد علی شاه در ایالات داخلی و همچنین در خارج از کشور، ضعف و ناتوانی حکومت مستبد محمد علی شاه و پیشبینی سقوط قریب الوقوع او بیشتر علما و روحانیون طراز اول را مجبور کرد تا از حمایت محمد علی شاه دست برداشته و به طرفداران مشروطیت ملحق شوند. معاذا به طوری که به طور تفصیل تشریح خواهد شد، حتی روحانیونی که از انقلاب مشروطیت طرفداری می‌کردند، تعبیر و دید خاصی از مشروطه داشتند که با هدف ملیون تفاوت بارز داشت و اگرچه این موضوع عجیب به نظر می‌رسد، اما چنان که شرح آن خواهد آمد، پس از اعدام شیخ فضل الله نوری، وظیفه مخالفت با پیشرفت ایجاد مبانی حکومت مشروطه در مجلس شورای ملی را سید عبدالله بهبهانی که سردار ملی انقلاب مشروطیت ایران در تاریخ به شمار رفته است بر عهده گرفت. به هر حال در این کتاب نقش روحانیون در رویدادهای مهم تاریخ سیاسی معاصر و مخصوصاً آن قسمت از وقایع مهم تاریخی از جمله جنگ‌های ایران و روس، انقلاب مشروطیت سال 1324 هجری قمری و انقلاب سال 1357 که تا به حال پوشیده مانده با توجه به اسناد و مدارک معتبر بررسی و تشریح خواهد شد. توضیحی درباره انقلاب سال 1357. با توجه به اینکه نویسنده در این تحقیق علمی برای واقعه سال 1357 که منجر به سقوط رژیم سلطنتی در ایران شد، عنوان انقلاب قائل گردیده است، ممکن است بعضی از خوانندگان این کتاب، مخصوصاً ارباب کتابت و فضیلت، نویسنده را به عنوان اختصاص کلمه انقلاب برای رویدادهای سال 1357 در ایران مورد انتقاد قرار دهند. انتقاد مذکور مخصوصاً از این نقطه نظر می‌تواند جالب اهمیت باشد که چند ماه بعد از انقلاب 57 نشریات عدیده‌ای در خارج از ایران منتشر و چهره واقعی انقلاب مذکور را برملا و دست‌های مرموزی که در پس پرده رویداد مذکور در فعالیت بودند به خوبی معرفی و ماهیت انقلاب سال 57 را فاش ساختند. از جمله نشریات مذکور می‌توان کتاب گروگان خمینی، تألیف رابرت دریفوس، تفسیر رادیویی فرانک اسکات، مدیر کل خبرگزاری WRC از مهمترین خبرگزاری‌های دنیا در روز سه‌شنبه اول سپتامبر سال 1981 که به صراحتاً اظهار داشت رژیم آیت الله خمینی را دولت کارتر روی کار آورد و مصاحبه رادیو تلویزیونی ویلیام سالیوان، سفیر دولت آمریکا در تهران در زمان انقلاب و ژنرال هایزر را در روز پنجشنبه 9 نوامبر 1981 سال روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در برنامه نایتلی نیوز خبرگزاری CBS میتوان نام برد. در مصاحبه مذکور
ژنرال هایزر ضمن شرح جزئیات امر صراحتاً اظهار داشت برای روی کار آوردن رژیم آیت الله خمینی، سایروس ونس و رمزی کلارک و دیگران از طریق وزارت خارجه و او و همکاران نظامیش از راه وزارت دفاع رژیم آیت الله خمینی را در ایران به قدرت رسانیدند. سندیت مطلب منتشر شده در کتاب گروگان خمینی مخصوصاً از این نظر اعتبار خاص دارد که نویسنده کتاب در صفحه اول اظهار داشته است که نوشتن کتاب مذکور را لیندن لاروش، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب دموکرات در انتخابات سال 1981 به وی مأموریت داده است تا به وسیله آن مردم آمریکا را از جنایاتی که سیاستمدارانشان در چارچوب سیاست خارجی آمریکا مرتکب می‌شوند مستحضر نماید. به علاوه برای اثبات اعتبار و سندیت متقن آن قسمت از مطالب کتاب گروگان خمینی که اظهار داشته است دولت کارتر رژیم آیت الله خمینی را در ایران روی کار آورد، کافی است مطلبی را که در صفحه 3 کتاب مذکور چاپ شده است با یک واقعه مطبوعاتی که در ماه اکتبر سال 1981 در واشنگتن اتفاق افتاد مقایسه و بررسی و با توجه به عکس‌العمل جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر هر یک از دو واقعه مذکور به صحت ادعای نویسنده کتاب درباره روی کار آمدن رژیم آیت الله خمینی به وسیله دولت کارتر یقین و اعتماد قطعی حاصل کرد. شرح موضوع بدین قرار است که روزنامه واشنگتن پست، یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های آمریکا، در صفحه دیوان شماره 304 روز 5 اکتبر 1981 در ستون شایعات خبری منتشر نمود مبنی بر اینکه زمانی که ریگان پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا به اتفاق همسرش در بلر هاوس به سر می‌بردند، جیمی کارتر که روزهای آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذرانید دستور داد در بلر هاوس محل اقامت ریگان و همسرش وسایل مخفی الکترونیکی کار گذاشته شود و بدین وسیله صحبت‌ها و فعل و انفعالاتی که در بلر هاوس می‌گذرد ضبط و کشف شود. پس از انتشار خبر مذکور، کارتر به شدت به روزنامه واشنگتن پست اعتراض و اظهار داشت که هرگاه روزنامه مذکور از انتشار خبر مورد نظر پوزش خواهی نکند، وی روزنامه مزبور را مورد تعقیب قرار خواهد داد. با توجه به تهدید جیمی کارتر، روزنامه واشنگتن پست در شماره 313 روز 14 اکتبر در صدد نفی خبر مذکور و ارضای وی برآمد و در صفحه A24 خود نوشت: فرق است بین زمانی که خبری در ستون شایعات به عنوان آنچه که در افواه می‌گذرد انتشار می‌یابد و موقعی که مطلبی به عنوان یک خبر واقعی در ضمن مطالب رسمی منتشر می‌شود. بدیهی است که خبر نصب وسایل الکترونیکی در بلر هاوس به عنوان یک شایعه منتشر شده و لذا روزنامه واشنگتن پست نمیتواند منشأ مطمئنی را برای کسب خبر مذکور معرفی کند و از صحت و سقم آن نیز اطمینان ندارد. اما کارتر که با توضیح مذکور قانع نشده بود، مجدداً تاکید کرد که روزنامه واشنگتن پست باید در صفحه اول درباره انتشار این خبر از وی پوزش خواهی کند، وگرنه آن را مورد تعقیب قضایی قرار خواهد داد. لذا روزنامه مذکور در صفحه A3 شماره 321 روز پنجشنبه 23 اکتبر مجدداً خبر مذکور را تکذیب و به طور ضمنی از کارتر معذرت خواهی کرد. معاذا باز هم این عمل روزنامه نتوانست کارتر را راضی کند و بنابراین روزنامه واشنگتن پست در صفحه اول شماره 322 روز 23 اکتبر رسما تحت عنوان پست Apologizes to Carter for Gossip Column Item درباره انتشار خبر مذکور از کارتر پوزش خواهی کرد و موضوع فیصله یافت. و اما نویسنده کتاب گروگان خمینی در صفحه 9 نوشته است: این کتاب تنها موقعی به هدف خود خواهد رسید که جیمی کارتر، برژنسکی، هنری کیسینجر، رمزی کلارک و سایروس ونس به زندان بیفتند. اگر خبر منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست مبنی بر نصب وسایل الکترونیکی در بلر هاوس به وسیله دستور کارتر و مطلب چاپ شده در کتاب گروگان خمینی که نویسنده رسما ادعا کرده است
کارتر به علت جنایاتی که در ایران انجام داده باید به اتفاق همکارانش به زندان بیفتد مقایسه گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که مطلب منتشر شده در کتاب گروگان خمینی به مراتب بیش از موضوع چاپ شده در روزنامه واشنگتن پست برای کارتر موهن و اهانت‌آور است. بنابراین عکس‌العمل شدید کارتر در برابر خبر منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست و سکوت او درباره مطلب چاپ شده در کتاب گروگان خمینی، مخصوصاً با توجه به اینکه نوشتن کتاب مذکور به دستور لیندن لاروش رقیب انتخاباتی کارتر نوشته شده، تردیدی باقی نمی‌گذارد که سکوت کامل کارتر درباره اهانتی که نویسنده کتاب مذکور به وی وارد کرده، دلیل بر تأیید بلا تردید به قول نویسنده جنایات کارتر در ایران و از جمله روی کار آوردن رژیم ملایان در این کشور می باشد. در غیر این صورت چرا کارتر می باید درباره مطلب مذکور در روزنامه واشنگتن پست که از نظر مقایسه اهمیت با موضوع مذکور در کتاب گروگان خمینی بسیار ناچیز است، آنقدر اصرار ورزیده و در برابر توهینی که در کتاب گروگان خمینی به وی شده است سکوت اختیار کند؟ نویسنده این کتاب با توجه به دلایل بالا با خوانندگانی که واقعه سال 57 را محصول اقدام مشترک دولت‌های آمریکا و انگلستان و فتنه بنیان براندازان ملایان ایران می‌دانند، کاملا اشتراک عقیده دارد، ولی چون این رویداد زیربنای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و سازمان اداری ایران را به کلی زیر و رو کرد و سالها آن را به عقب راند، نمیتواند غیر از انقلاب عنوان دیگری قائل شود. منتها درباره کیفیت صفتی که باید به کلمه انقلاب افزوده گردد، بایستی منتظر قضاوت تاریخ و نوشته‌های محققین آینده بود. فصل اول، تاریخچه ملاگری در ایران. قبل از ورود به بحث اصلی و به منظور روشن کردن اذهان خوانندگان ارجمند با سیستم ملاگری در ایران، بی مناسبت نیست قبل از تجزیه و تحلیل جزئیات بحث اصلی ابتدا از لحاظ تاریخی نظری به کیفیت تاریخچه نشو و نمای روحانیت شیعه‌گری در ایران بیاندازیم. سلطنت صفویه در ایران دو تغییر بزرگ در سیستم سیاسی و اجتماعی ایران به وجود آورد. یکی بسط و گسترش قدرت سیاسی در سراسر کشور و دیگری وارد کردن مذهب شیعه و شیعه‌گری در ایران. تا قبل از ظهور شاه اسماعیل در ایران، این کشور بیشتر به صورت ملوک الطوایفی اداره می‌شد و هر قسمتی از کشور برای خود شاه حاکم و حکومت جداگانه‌ای داشت، ولی سلاطین صفویه موفق شدند سراسر نقاط کشور را زیر سلطه حکومت مرکزی که خود در رأس آن قرار داشتند درآورند. تحول دیگری که سلاطین صفویه در ایران به وجود آوردند سیستم شیعه‌گری بود. شاه اسماعیل شخص باهوش و مدبری بود و می‌دانست در صورتی موفق خواهد شد قدرت سیاسیش را در سراسر کشور بسط و گسترش دهد که آن را ناشی از یک نیروی مافوق طبیعی قلمداد کند و از این رو تصمیم گرفت قدرت سیاسیش را با نیروی مذهبی توأم و سلطان را به صورت مقامی درآورد که نه تنها حکومت امور دنیوی بلکه وظیفه ارشاد معنوی و روحانی مردم را نیز در اختیار داشته باشد. برای این منظور سلاطین صفویه به وارد کردن ملاهای شیعه مذهب در مراکز شهرها پرداختند و تدریس اصول شیعه و شیعه‌گری را در سراسر کشور معمول داشتند. ملاهای شیعه مذهبی که در پیرو اجرای برنامه مذکور وارد ایران شدند، تنها در اصول مذهب شیعه دارای اطلاعاتی بودند و از فلسفه و سیاست چیزی نمی‌دانستند. سلاطین صفویه با تقویت و حمایت این افراد و ایجاد امکانات وسیع برای اشاعه اصول شیعه و شیعه‌گری در ایران که هدفش مالاً بسط و تحکیم قدرت سیاسی خودشان بود، جهد فراوان به کار بردند. پس از سقوط سلسله سلطنتی صفویه، شیعه‌گری به قدرت اولیه‌ای که سلاطین صفویه برای تحکیم قدرت سیاسی خود آن را بنیانگذاری کرده بودند باقی ماند، ولی مذهب از سیاست جدا و برای خود دارای سازمان مستقل و جداگانه گردید. به همین دلیل از آن به بعد سیاست و مذهب به عنوان دو قدرت جداگانه و بعضی اوقات متضاد در برابر یکدیگر قرار گرفت و به منظور کسب قدرت با یکدیگر به مبارزه پرداخت.
هنگامی که در سال 1148 مردم در دشت مغان نادر را به سلطنت انتخاب کردند، او 3 شرط برای قبول سلطنت پیشنهاد کرد. یکی از شرایط سگانه مذکور این بود که مردم ایران از مذهب شیعه که به عقیده او فراورده گمراه کننده شاه اسماعیل صفوی بوده و قرنها بین مسلمانان باعث نفاق و خونریزی شده است دست بردارند و به مذهب سنت بگرایند. ولی موافقت کرد که مذهب شیعه اثنی‌عشری به عنوان یکی از مذاهب اسلام در ایران باقی بماند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدفهای سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور، نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سوال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مثبتی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاه برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر ساعت در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است وگرنه گروهی افغانهای پابرهنه سنی این فاجعه را برای ایران به وجود نمی آوردند. نادرشاه دستور داد صدرالصدور اعدام شود و سپس نیز مقرر کرد کلیه درآمدهای روحانیون از اوقاف و غیره و مواجب و مقرری هایی که بدین وسیله کسب می‌کردند قطع شود. با اجرای دستور نادرشاه سالیانه در حدود 18 کرور تومان که از درآمد اوقاف در اختیار علما قرار می گرفت قطع گردید. ملاها از دستور نادرشاه به شدت متغیر شدند و تا آنجایی که در قدرت داشتند کوشش کردند قشون و رعیت را بر ضد نادرشاه بشورانند، ولی نیم بیشتری از قشون نادر سنی بودند و لذا به تحریکات روحانیون وقعی نگذاشتند. دهقانان نیز از دستور نادرشاه درباره لغو قاعده اختصاص درآمد اوقاف به روحانیون استقبال کردند، زیرا بدین وسیله مبلغی از مالیات آنها تخفیف حاصل کرد. بعد از صدور دستور مذکور، نادرشاه رؤسای دولت را احضار و به آنها اظهار داشت اگر ملا می‌خواهید باید مصارف ایشان را خودتان بپردازید. من ابداً ملا لازم ندارم و برای آنها متحمل خرجی نخواهم شد. پس از قتل نادرشاه، جانشین وی عادلشاه سبب قتل او را مخالفت با شیعه اعلام و مجدداً شیعه‌گری را تقویت کرد. اما به هر حال اقدامات نادرشاه سبب شد که مذهب به کلی از سیاست جدا شود. به همین علت نادرشاه دستور داده بود دعای معمول زمان صفوی مبنی بر داخل پرانتز خدا پادشاه را که همه نعمتهای ما از او ناشی می شود عمر جاودان بخشد از نماز روزانه حذف شود. کریم خان زند پس از رسیدن به سلطنت خود را وکیل الرعایا نامید و بین سیاست مذهبی صفویه و نادرشاه راه میانه را انتخاب کرد. آقا محمد خان قاجار مجددا ایران را به سیاست مذهبی صفویه و شیعه اثنی‌عشری برگردانید. آقا محمد خان مخصوصاً با توجه به اینکه دارای دودمان اصیلی نبود و در صدد اتکا به عاملی بود که بتواند پایه‌های قدرت و سلطنتش را تحکیم بخشد، لذا لزوم اتکا به مذهب را حتی بیش از شاه اسماعیل صفوی احساس کرد. آقا محمد خان در زمان تاجگذاریش تأکید کرد که اساس حکومتش را بر پایه مذهب شیعه اثنی‌عشری قرار خواهد داد و در هنگام مراسم تاجگذاری شمشیری را که در مقبره شاه اسماعیل صفوی ودیعه گذاشته شده بود به کمر بست. آقا محمد خان تصمیم داشت قدرت مذهبی را کاملا در سازمان سیاسی دولت خود مستحیل و به عنوان یگانه قدرت منحصر به فرد و بلا منازع ایران تجلی کند. اما عمرش کفاف نداد و به زودی پس از تاجگذاری مقتول گردید. پس از مرگ آقا محمد خان، جانشینش فتح علی شاه برنامه آقا محمد خان را با کیفیت دیگری به موقع اجرا گذاشت. ماکس ویبر از بزرگترین جامعه شناسان عصر ما اظهار داشته است اگر مشروعیت حکومت حاکمی به وسیله پیوندهای موروثی تأیید پذیر نباشد،
وی نیاز به نیروی دیگری دارد که به وسیله آن خود را وجیه المله ساخته و مشروعیت حکومتش را مورد تایید مردم قرار دهد. بدیهی است هیچ عاملی از این لحاظ بیش از نیروی مذهب نمیتواند به چنین حاکم بی اصل و نسبی کمک و حکومتش را بر مردم تحمیل نماید. به همین دلیل فتح علی شاه برای تحکیم قدرت خود به طرف روحانیون متمایل و در حالی که سلاطین صفویه مذهب را در دولت حل کرده و مقامات مذهبی و سیاسی را در وجود خود جمع کرده بودند، فتح علی شاه با حمایت از روحانیون به آنها استقلال داد و روحانیت شیعه اثنی عشری با سازمان و تشکیلات جداگانه‌ای برای خود مستقل شد. فتح علی شاه یکی از مذهبی ترین سلاطین قاجار به شمار می رود. به دستور او مساجد زیادی ساخته و زریهای رهبران مذهبی مرمت و تزیین گردید. در زمان سلطنت فتح علی شاه تهران و اصفهان به صورت مراکز مذهبی درآمدند و بر طبق دستور او اهالی ساکن شهر مذهبی قم از پرداخت مالیات معاف شدند. او با روحانیون روابط صمیمانه و نزدیک برقرار نمود و در عصر او شیخ الاسلام ها و امام جمعه های زیادی به وجود آمدند. به طوری که پارسونز می نویسد تا نیمه اول قرن 19 برعکس مسیحیت در اروپا مذهب در ایران دارای سازمان مستقلی نبود و دولت در آن نفوذ داشت. در نیمه اول قرن 19 مذهب شیعه راه خود را از روشی که دین اسلام در سایر کشورها داشت جدا کرد و با ایجاد سازمان مذهبی جداگانه برای خود در برابر دولت به صورت یک قدرت نیرومند سیاسی درآمد و در حالی که دولت خود را مسئول حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی و اداری امور کشور می‌دانست، مذهب شیعه خود را مسئول و نگهبان شرع مقدس اسلام اعلام نمود. جدایی مذهب شیعه از دولت در قرن 19 در ایران باعث شد هر زمانی که روحانیون اراده می‌کردند به عنوان اینکه دولت وقت قادر به حفظ منافع ملت شیعه در برابر امپریالیست‌های خارجی نیست، در سیاست دخالت و مردم را بر ضد دولت به شورش تحریک می‌کردند. بهترین مثال در این مورد واقعه تحریم تنباکو در سالهای 1291 الی 1292 می باشد که روحانیون مردم را بر ضد دولت تحریک و ناصرالدین شاه را مجبور کردند قرارداد انحصار تنباکو به یک کمپانی انگلیسی را لغو نماید. یکی از نکات مهمی که در تاریخ کمتر ذکر آن به عمل آمده ازدیاد تعداد مجتهدین در نیمه دوم قرن 19 است. شاردن نوشته است که تعداد مجتهدین در نیمه دوم قرن 17 بسیار ناچیز بود. مالکوم نیز نوشته است که در نیمه دوم قرن 19 تعداد مجتهدین از 3 الی 4 نفر تجاوز نمی‌کرد. حتی در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه تعداد مجتهدین به 12 نفر نمی‌رسید. اما بنا به نوشته اعتمادالسلطنه در المعاذیر الآثار در سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه تعداد علما به 359 نفر رسیده بود که 175 نفر آنها مجتهد بودند. عنوان حجت الاسلام نیز در این زمان تنها به یک مجتهد عالی قدر کاشان داده شده بود که پس از آن متوقف گردید. مبارزه برای قدرت طلبی بین روحانیون و دولت در سالهای اول سلطنت ناصرالدین شاه بسیار چشمگیر بود، زیرا در این زمان امیر کبیر صدر اعظم نامدار تاریخ ایران تصمیم گرفت از نفوذ روحانیون در امور سیاسی جلوگیری و قدرت سیاسی دولت را تقویت کند. اما با قتل امیر کبیر و تغییر سیاست ناصرالدین شاه و دادن امتیازاتی به روحانیون مجدداً رابطه بین دولت و مذهب بهبود یافت. استقلال مذهب از سیاست در زمان سلطنت قاجاریه به بعد به طوری که خواهیم دید روحانیون را به کرات به فکر کسب قدرت در برابر دولت انداخت و بارها این دو قدرت را در برابر یکدیگر قرار داد. در مورد ممر درآمد روحانیون آلگر می نویسد معمولاً درآمد ملا باید از اوقاف متعلق به مساجد و سایر اماکن مذهبی تامین شود. ولی این یک قاعده کلی نیست و آخوندها به طور مستقیم از مردم نیز اعانه‌های مالی دریافت می‌کنند و اما درباره فتوایی که آخوندها برای مردم می‌دهند فرض بر این است که آنها نباید از مردم وجهی دریافت کنند، زیرا اگر قرار باشد قاضی پولی از مردم دریافت کند بی‌طرفی خود را خدشه‌دار خواهد کرد و قدس شرافت و بی‌طرفی قضاوت لطمه خواهد دید
ولی محمد تقی بروجردی نوشته است که نامبرده معتقد است که چون نوشتن حکم قضاوت جزء عمل قضاوت نیست، اگر آخوندی مبادرت به نوشتن حکم قضاوت خود کند مستحق مزد خواهد بود. البته گروهی نیز معتقدند نوشتن قضاوت از کار فتوا جدا نیست و آخوند نباید برای این کار وجهی دریافت کند. آلگر از قول سپسیس می نویسد بعضی از آخوندهای کم اهمیت به تجارت می پردازند و در حالی که قرآن به طور صریح ربا را منع کرده است، بعضی از آنها به قرض دادن پول و رباخواری می پردازند و حتی تا حدود 40 الی 50% بهره می گیرند. رئیس کنسول بریتانیا در اصفهان نوشته است سابقه ای وجود دارد که آقا نجفی مجتهد طراز اول اصفهان قصد داشت بانکی تأسیس کرده و با نرخ 18% به مردم پول قرض بدهد و سالیانه 12% سود سهام را بپردازد. کسروی می نویسد در نیمه دوم قرن 19 علمای بسیار مشهوری از قبیل حاج ملا علی کنی و میرزا آقا جواد به احتکار غله می پرداختند و این امر نشان می دهد که در بعضی اوقات جمع‌آوری پول و ثروت بر مذهب برتری می یابد. آلگر نوشته است با وجود نقاط ضعف شدیدی که علما از نقطه نظر مالی داشتند، معاذ این امر نتوانست از قدرت اجتماعی آنها بکاهد. در بالا توضیح دادیم که ماکس ویبر، دانشمند مشهور جامعه شناس، اظهار داشته است که اگر حاکمی نتواند به وسیله پیوندهای موروثی مشروعیت حکومت خود را به تایید مردم برساند، میتواند این کار را با نیروی مذهبی انجام دهد. آیت الله خمینی در تحکیم پایه‌های رژیم خود نه تنها از این عامل استفاده کرد، بلکه ماکیاولیسم را نیز به کمک گرفت. می‌دانیم که ماکیاولی پدر علوم سیاسی عصر جدید خوانده شده و خلاصه هدف مکتب او آن است که سیاست باید عاری از وجدان، ایمان و دوراندیشی‌های اخلاقی باشد. ماکیاولی عقیده دارد که برای اجرای هدفهای سیاسی باید از هر وسیله مشروع و نامشروع استفاده کرد و وجدان را تابع مرام سیاسی دانست. او معتقد است که در بازی‌های سیاسی هر نوع عمل و روشی در رسیدن به هدف مجاز است و در این باره از کلمه آنسکروپلس استفاده کرده است. ماکیاولی سه صفت فریب، حیله‌گری و ظلم را از جمله فضائل حاکم برشمرده است. ماکس لرنر در مقدمه ای که برای کتاب شاهزاده و اندرزهای ماکیاولی نوشته اظهار داشته است رهبران بزرگ سیاسی جهان از قبیل فردریک، ریشلیو، ناپلئون، بیسمارک، کلمانسو، لنین، موسولینی، هیتلر و استالین از ماکیاولی درس سیاست آموخته و هیتلر ضمن اینکه او را با واگنر همسطح دانسته همیشه نسخه‌ای از کتاب شاهزاده ماکیاولی را در کنار تخت خواب خود نگهداری می‌کرده است. به نظر می‌رسد که آیت الله خمینی آنطور که رهبران مذکور از ماکیاولی درس سیاست آموختند به طور کامل توفیق نیافت از وی پندآموزی کند، زیرا سه صفت فریب، حیله و ظلم را که ماکیاولی از جمله فضایل حاکم برشمرده است به خوبی در سیاست به کار برد. برای مثال، هنگامی که در پاریس سکونت داشت، پیوسته به مردم تاکید کرد که روحانیون باید به امور مذهبی بپردازند و قصد حکومت ندارند. هدف روحانیون اعاده دموکراسی به کشور است و به محض سقوط رژیم شاه حکومت به سیاستمداران واگذار خواهد شد. همچنین در یکی از مصاحبه‌های خود قبل از انقلاب که نوار آن در دسترس است و دکتر ابراهیم یزدی متن مصاحبه اش را ترجمه کرده است، خبرنگار درباره وضع اجتماعی زنان پس از ایجاد حکومت اسلامی از ایشان سوال می‌کند و آیت الله خمینی پاسخ می‌دهد: من از پرسش شما در حیرتم، زیرا در اسلام مردان با زنان برابری کامل دارند و حتی در اسلام زنان می توانند به ریاست جمهوری نیز انتخاب شوند. اما به طوری که می بینیم امروز زنان در کیسه های سیاه در کنج خانه ها محبوس و نیمی از نیروی انسانی کشور ما به هدر می رود. جالب توجه تر از همه آن که در روز سالگرد انقلاب، یعنی روز 22 بهمن 1360، آیت الله خمینی به طور صریح به روحانیون توصیه کرد که از دخالت در سیاست خودداری کنند. اما امروز می‌بینیم ریاست جمهوری کشور را یک آخوند بر عهده دارد و ملایان در تمام سطوح مختلف سیاسی، اداری و نظامی کشور رخنه کردند. اما
آیت الله خمینی دو نکته مهم دیگری را که ماکیاولی به آنها اشاره کرده نادیده گرفت. اول اینکه ماکیاولی میگوید صدای مردم صدای خداست. مردم آنچنان خوب را از بد تشخیص میدهند چنان که گویی علم نهفته دارند. قضاوت مردم با حاکم قابل مقایسه نیست و در حالی که حاکم ممکن است به انواع مختلف افراد بی‌صلاحیت را به مشاغل مهم منصوب کند، مردم هیچگاه در انتخاب مسئولان اداری امور مرتکب اشتباه نمی‌شوند. نکته دیگری که آیت الله خمینی از درس‌های ماکیاولی نادیده گرفته است، واقعه قتل فیلیپ مقدونی پدر اسکندر کبیر است. ماکیاولی در اندرزها می‌نویسد در دربار فیلیپ مقدونی جوان نجیب زاده بسیار زیبایی وجود داشت به نام پاسانیاس. یکی از سرداران معروف فیلیپ مقدونی به نام آتالوس سخت شیفته جوان مذکور شد و چندین مرتبه قصد تجاوز به او را داشته. ولی جوان مذکور از تسلیم شدن به او امتناع کرد. آتالوس که در اجرای هدفش مبنی بر تجاوز به جوان مورد نظر مأیوس شده بود، تصمیم گرفت قصد خود را به وسیله زور اجرا کند. لذا ضیافت بزرگی در منزلش ترتیب داد و جمعی از نجیب زاده ها و از جمله پاسانیاس را به ضیافت مذکور دعوت کرد. پس از اینکه سرها از باده گرم شد، آتالوس جوان مذکور را به گوشه خلوتی برد و هدفش را انجام داد. اما به این کار اکتفا نکرد و به خاطر اینکه حیثیت پاسانیاس را با داغ ننگ آلوده کند، او را در اختیار عده‌ای از میهمانان خود گذاشت و آنها نیز نسبت به وی تجاوز کردند. ماکیاولی می‌نویسد پاسانیاس به کرات از عمل آتالوس به فیلیپ مقدونی شکایت کرد و وی ابتدا به وی قول داد که آتالوس را مجازات کند، اما نه تنها در مجازات وی اقدامی به عمل نیاورد، بلکه حتی به آتالوس ترفیع مقام داد و او را به حکومت یکی از ایالات یونان منصوب کرد. پاسانیاس که از احقاق حق خود مایوس شده بود، در مقام انتقام برآمد و روزی که فیلیپ مقدونی به اتفاق فرزندش اسکندر کبیر و دامادش که او نیز اسکندر نام داشت برای برگزاری مراسم ازدواج دخترش به معبد میرفت، او را مقتول کرد. ماکیاولی پس از ذکر واقعی مذکور به حکام اندرز می‌دهد که آنها نه تنها باید سعی کنند خون کسی را بیگناه نریزند، بلکه باید اجازه ندهند مأموران دولت و یا سایر افراد مردم خون بیگناهی را ناحق بر زمین بریزند، زیرا سرانجام مردم انتقام خون مقتول خود را خواهند گرفت. اما گویا این قسمت از اندرز ماکیاولی از چشم آیت الله خمینی پوشیده مانده است، زیرا می‌بینیم که امروز مردم بیگناه ایران ملعبه و آلت خودخواهی و نفع پرستی ملایان قرار گرفته و اکنون بعضی از ملایان به نام حاکم شرع مجاز شده اند در کوچه و بازار بدون محاکمه و دادرسی دستور کشتن افراد بیگناه مردم را بدهند و در لحظه‌ای که این سطور به رشته تحریر در می‌آید، هزارها افراد بیگناه، اعم از زن، مرد، جوان، پیر و حتی افراد خردسال بر اثر رژیم بیداد ملایان نقاب در چهره خاک کشیده اند. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران. نویسنده دکتر مسعود انصاری. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل دوم، نقش روحانیون در جنگ‌های ایران و روس. موضع ضد ملی روحانیت در ایران به انقلاب مشروطیت و واقعه 1357 اختصاص ندارد. بر طبق نوشته‌های نویسندگان معروف تاریخ‌های معتبر، روحانیت پیوسته در طول تاریخ برای تأمین منافع شخصی خویش به احساسات ملی و مصالح میهنی پشت کرده است. یکی از نمونه‌های بارز این واقعیت نقش روحانیون در دوره دوم جنگ‌های ایران و روس بوده است، به طوری که تمامی مورخین نوشته‌اند قبل از آغاز دوره دوم جنگ‌های ایران و روس که منجر به معاهده ترکمانچای شد، فتح علی شاه خود را آماده جنگ نمی‌دید، اما روحانیون او را برای جنگ با روسیه در فشار گذاشتند. محمد علی کشمیری می‌نویسد
موقعی که علما متوجه شدند که فتح علی شاه تمایلی برای جنگ با روسیه ندارد، اعلام کردند که اگر فتح علی شاه حاضر به جنگ با روسیه نیست، آنها برای ورود جنگ با کشور مذکور حتی بدون تمایل و یا شرکت فتح علی شاه آمادگی دارند. محمد ابن سلیمان تونوکابونی می‌نویسد هنگامی که علما عدم تمایل فتح علی شاه را برای ورود در جنگ با روسیه مشاهده کردند، آقا سید محمد باقر بهبهانی شخصاً برای ترغیب فتح علی شاه برای جنگ با روسیه در آخر شوال 1241 از کربلا وارد تهران شد و به ملاقات فتح علی شاه رفت. فتح علی شاه زیر فشار او برای ورود جنگ با روسیه اعلام آمادگی کرد و حتی دستور داد مبلغ 300,000 تومان برای مصارف جنگی اختصاص داده شود. اما آقا سید محمد که با اقدام فتح علی شاه قانع نشده بود، به کلیه علمای شهرستانها نامه نوشت و آنها را برای وادار کردن فتح علی شاه به جنگ با روسیه به تهران دعوت کرد. چون در این زمان فتح علی شاه برای گذرانیدن تعطیلات تابستانیش به سلطانیه رفته بود، آقا سید محمد و علمای شهرستانها از قبیل حاج ملا محمد جعفر استرابادی، آقا سید نصرالله استرابادی، حاج سید محمد تقی برقانی، سید عزیزالله تالشی و گروه دیگری از علما روز 4 ذیقعده 1241 برای وادار کردن فتح علی شاه به جنگ با روسیه وارد سلطانیه شدند. تونوکابونی می نویسد فتح علی شاه برای هر یک از علما شاهزاده ای را تعیین کرد که مأموریت پذیرایی از او را بر عهده داشته باشند. سپس گروه دیگری از علما شامل ملا احمد نراقی و ملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن پوشیده و خود را آماده شهادت اعلام می کردند، وارد قصر سلطنتی تابستانی فتح علی شاه در سلطانیه شدند. اگرچه در این زمان الکساندر اول که تازه به امپراتوری روسیه جلوس کرده بود، منشیکوف را به عنوان سفیر حسن نیت به ایران گسیل داشته و برای بسط روابط دوستانه با ایران اعلام آمادگی کرده بود، ولی سرانجام فتح علی شاه در برابر فشار علما برای ورود جنگ با روسیه تسلیم شد و منشیکوف روز 24 ذیقعده 1241 به روسیه مراجعت کرد. سپس روحانیون برای ورود جنگ با روسیه اعلام جهاد صادر کردند و بر طبق نوشته ویلوک فتح علی شاه از آقا سید محمد تقاضا کرد یک نوشته کتبی مبنی بر اقدام او در ورود جنگ با روسیه صادر و به او تحویل دهد تا هرگاه در شب اول قدر نکیر و منکر درباره سبب ورود او در جنگ با روسیه پرسش کردند، نوشته مذکور را به آنها ارائه دهد. آلگر می نویسد اگرچه علما موفق شدند فتح علی شاه را وادار به جنگ با روسیه بکنند، اما در سرنوشت جنگ نتوانستند تأثیری به وجود بیاورند. زیرا آقا سید محمد که همراه عباس میرزا برای حمایت علما از اقدامات جنگی عزیمت کرده بود، به محض مشاهده شکست سپاه ایران مراجعت کرد و از غصه دق کرد. تونوکابونی می نویسد پس از پایان جنگ و شکست ایران از روسیه، فتح علی شاه از حاج ملا محمد تقی برقانی سوال کرد چرا اعلام جهاد علما در شکست روسیه مؤثر واقع نشد؟ حاج محمد تقی برقانی پاسخ داد علت را باید در بی ایمانی و عدم خلوص نیت عباس میرزا جستجو کرد. البته عباس میرزا نیز به نوبه خود علت شکستش را خیانت علما به ملت قلمداد کرده است. نکته که بسیار جالب توجه در متهم کردن روحانیون به خیانت در جنگ با روسیه، واقعه تسلیم تبریز به سپاهیان روسیه است. آلگر می نویسد هرگاه به چگونگی واقعه سقوط تبریز توجه کنیم، ادعای عباس میرزا مفهوم واقعی پیدا می کند، زیرا شهر تبریز را روحانیون این شهر و مخصوصاً میر فتاح فرزند میرزا یوسف مجتهد معروف و درجه اول تبریز به سپاهیان روسیه تسلیم کردند.
شرح موضوع بدین قرار است که عباس میرزا ولیعهد در هنگام ترک تبریز برای جبهه جنگ این شهر را به گروهی از سپاهیان مازندرانی به فرماندهی اللهیار آصف‌الدوله واگذار کرده بود. مردم تبریز از این اقدام عباس میرزا ناراضی بودند و لذا میرفتاح که اخیراً به علت مرگ پدرش میرزا یوسف مجتهد درجه اول تبریز وارث مقام روحانی او شده بود، در صدد استفاده از نارضایی مردم تبریز و تصرف شهر با همکاری روس‌ها که تازه وارد آذربایجان شده بودند برآمد. حاجی علی عسکرخواجا، یگانه فردی از درباریان عباس میرزا که در تبریز باقی مانده بود، سعی کرد با دادن مبلغی پول به میرفتاح او را از خیانت بر ضد عباس میرزا که با روسیه مشغول جنگ بود منصرف کند. میرفتاح به توصیه حاجی علی عسکرخواجا وقعی نگذاشت و با قوانین مرند برای تحویل شهر تبریز به پیشطلایگان سپاه روسیه توطئه کرد. آلگر خیانت میرفتاح را ناشی از نفع طلبی شخصی او می‌داند و رضا قلی خان هدایت می‌نویسد که میرفتاح اظهار داشته است که تسلیم تبریز به سپاهیان روس متضمن صلاح و منفعت اهالی تبریز بوده است. هدایت اضافه می‌کند که روس‌ها به میرفتاح قول داده بودند که پس از شکست سپاهیان ایران حکومت آذربایجان را به او واگذار کنند و لذا هنگامی که سپاهیان روس به دروازه تبریز رسیدند، میرفتاح در شهر را به روی آنها گشود و شخصاً به استقبال آنها رفت و به آنها خوش آمد گفت و به نام تزار روس خطبه خواند. از بین کلیه علما و روحانیون تبریز تنها میرزا احمد مجتهد از همکاری با توطئه آخوندها در تسلیم شهر به سپاه روس خودداری ورزید. پس از عقد معاهده ترکمانچای و ایجاد صلح بین روسیه و ایران، میرفتاح از بیم جان ایران را ترک و به روس‌ها پناهنده و در قفقاز سکونت گزید. ویل براهام می‌نویسد در اکتبر سال 1837 هنگام سیر و سیاحت در تفلیس با یک مجتهد ایرانی برخورد کرد که در یک منزل اشرافی در نزدیک تفلیس به سر می‌برد. در بررسی‌هایی که وی درباره آخوند مذکور به عمل آورد، معلوم شد وی یک مجتهد معروف ایرانی است به نام میرفتاح که به علت خدماتی که به روس‌ها در جنگ بین ایران و روسیه نموده است، ماهیانه مبلغ هنگفتی از دولت روسیه پول دریافت می‌کند. میرفتاح بعدها به تبریز مراجعت کرد و در سال 1269 وفات یافت. کسروی در زندگانی من می‌نویسد در سال 1322 وبای مهلکی در تبریز ظهور و کشتار بسیار کرد. مردم به شیوه آن زمان از کوچه ها قرآن آویزان کردند که هر کسی از زیر آن بگذرد از وبا در امان باشد و در بندها و سرکوچه ها فرش گستردند و روزخوانی ها برپا کردند. یک روز هم یکی از نوه‌های آقا میرفتاح را سوار الاغ کردند و به آن کوی آوردند و در کوچه ها گردانیدند که مردان و زنان دست و دامنش را ببوسند و در نتیجه تبرک وجود او وبا از تبریز رخت بربندد. آقا میرفتاح که در هنگام ورود روس‌ها به آذربایجان در سال 1243 قمری به جلوی مردم افتاده و آنان را به پیشواز روس‌ها برده و بدین سان نام او در کتاب‌ها مانده، خانه‌اش در تبریز در محله اجاق واقع بود و مردم برای او و خانواده‌اش نذرها می‌کردند و ارمغان‌ها نزد وی می‌بردند و در هنگام شیوع وبا و دیگر پیشامدها دست به دامان او و بازماندگانش میازیدند. در سال 1284 قمری که مجدداً وبا در تبریز شیوع پیدا کرد، مردم باز به محله اجاق روی آوردند و یکی از پسرهای میرفتاح را در کویها گردانیدند تا بلای وبا از آن سامان رخت بربندد. اما پسر میرفتاح خودش به وبا دچار شد و مرد. پس از مردن پسر میرفتاح بین مردم شایع شد که آقا برای نجات مردم بلا را به تن خودش خرید. این موضوع باعث شد که ایمان و اعتقاد مردم به آن خاندان زیادتر شود. نتیجه بلا تردید این بحث آن است که در زمانی که روابط ایران و روسیه رو به بهبود می‌رفت، روحانیون فتح علی شاه را علیرغم میلش وادار کردند با روسیه وارد جنگ شود، ولی در ضمن جنگ از پشت به جنگاوران ایرانی خنجر زدند و تبریز را تسلیم سپاهیان روسیه کردند.
پس از اینکه روحانیون تبریز به شهری که ذکر آن گذشت این شهر را به سپاهیان روسیه تسلیم کردند، عباس میرزا که سخت از خیانت علما آزرده شده بود، نامه‌ای برای وزیرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی نوشت و ضمن آن به وی دستور داد روابطش را به کلی با علما قطع کند و برای اداره امور مملکت از افراد صالح و میهن‌دوست استفاده نماید. عباس میرزا در این نامه خطاب به میرزا ابوالقاسم قائم مقام نوشته است: علما مانند گرد و خاکی هستند که به لباس می نشینند و وجود انسان را آلوده می کنند. سعی کن وجود خودت را از این گرد و خاک نجات دهی و به جای آنها از افراد لایق، صلاحیت دار و وطن دوست استفاده نمایی. علما مانند اسب‌های پرخوری هستند که از پرخوری وظیفه دویدن را فراموش کردند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام که خود با طبیعت ضد ملی و خیانت پیشه آخوندها آشنا بوده و از دخالت آنها در سیاست با توجه به جنبه‌های منفی و ویرانگر آن دلی پرخون داشته، در صفحه 344 دیوان اشعارش با سرودن قطعه شعری به ذم آنها پرداخته است که به مناسبت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می شود. هنگامی که یک محقق بی‌طرف و بی‌غرض تاریخ برگ‌های تاریخ معاصر را ورق می‌زند، به موارد عدیده‌ای برمی‌خورد که همه آنها حکایت از طبیعت خیانت‌آمیز و دید ضد ملی آخوندها نسبت به ایران و ایرانی می‌کند. برای مثال و معرفی مشتی که نمونه خروار باشد، به ذکر دو واقعه زیر و واکنش خیانتبار آخوندها در برابر آنها می‌پردازد. فصل سوم: تصمیم روحانیون در ضمیمه کردن ایران به خاک عثمانی. می‌دانیم که در سال 1298 هجری قمری موسیو ژوزف نوز بلژیکی به ریاست ادارات گمرک کرمانشاه و تبریز منصوب شد و اقدامات و اصلاحات او در امور گمرک به حدی موفقیت آمیز بود که به تدریج کلیه ادارات گمرک به استثنای خرمشهر تحت نظر او قرار گرفت و در نتیجه اقدامات او در سال 1301 درآمد گمرک 50% افزایش یافت و نوز به وزارت ترفیع مقام یافت. در سال 1303 حاج میرزا حسن مجتهد تبریز که از روحانیون ضد مشروطیت به نام است، به منظور مخالفت با اقدامات و اصلاحات نوز در اداره امور گمرک و سر و سامان دادن به وضع مالی کشور اعلام داشت. علمای طراز اول کربلا و نجف نامه‌هایی برای او ارسال و به وی مأموریت داده‌اند با تمام امکانات لازم با کمک مردم بر ضد حقوق و عوارض جدید گمرکی و لغو آنها اقدامات لازم به عمل آورد. سپس به فرماندار تبریز اعلام داشت که وی باید در اجرای دستور علمای کربلا و نجف مأموران بلژیکی گمرک را از کشور خارج، حقوق و عوارض گمرکی را لغو، مدارسی را که اخیراً بر طبق الگوی مدارس اروپایی تأسیس شده ببندد و مغازه‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را تعطیل کند. نوز و همکارانش بر اثر تحریک حاج میرزا حسن مجتهد تبریز و شورانیدن مردم بر ضد آنها از شهر فرار کردند. ولی بعد از فرار بلژیکی‌ها از تبریز معلوم شد نامه‌هایی که حاج میرزا حسن مجتهد طراز اول تبریز به عنوان نامه‌های واصله از علمای کربلا و نجف ارائه داده جعلی بوده و لذا حاج میرزا حسن و دستیارانش از شهر اخراج و نوز و همکارانش مجدداً به شهر مراجعت و مشغول کار شدند. این عمل ضد مذهبی و غیر اخلاقی حاج میرزا حسن مجتهد درجه اول تبریز نشان می‌دهد که تنها آیت الله خمینی برای در دست گرفتن قدرت مردم را فریب نداد. تنها اون نبود که به مردم گفت ما روحانیون داعیه حکومت نداریم و پس از فریب آنها حکومت را بین خود و آخوندها تقسیم و به قصابی مردم بیگناه مشغول شد. روحانیت شیعه پیوسته در طول تاریخ خود با خودعه و نیرنگ مقام کاذب مذهبیش را حفظ کرده است. این وقایع نشان می‌دهد که روحانیون پیوسته از راه‌های نامشروع و ضد اخلاقی در مردم نفوذ و از طریق غیر انسانی و با حیله و ریا به مکیدن خون ملت بیگناه مسلمان ایران اشتغال ورزیده‌اند. اتفاق جالب دیگری که در این زمان بنا به نوشته مجله تایمز رخ داده این است که ملاهای متنفذ ایران با الهام از دکترین پان اسلامیسم
سید جمال الدین اسدآبادی در صدد برآمده بودند ایران را به سلطان عثمانی تسلیم و او را خلیفه اسلام بشناسند و بدین وسیله به قول خودشان بین شیعه و سنی آشتی و اتحاد برقرار سازند. بر طبق نوشته روزنامه تایمز در شماره 27 آگوست سال 1903 مجتهدین نامه‌ای به مظفرالدین شاه نوشته و ضمن آن او را تهدید کرده اند که اگر به خواستهای آنها عمل نکند آنها مجبور خواهند شد سلطان ترکیه را دعوت کنند تا ایران را تصرف کند. دو واقعه مذکور را ادوارد براون به تفصیل شرح و روزنامه تایمز را به عنوان مأخذ خبری خود ذکر کرده است. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، نویسنده دکتر مسعود انصاری، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 4. روحانیون و انقلاب مشروطیت. راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسد در انقلاب مشروطیت ایران اکثریت عظیمی از علمای طراز اول از رژیم استبداد موجود آن زمان طرفداری و با ایجاد یک حکومت مشروطه متکی به قانون اساسی مخالفت می‌ورزیدند و تنها اقلیت ناچیزی از روحانیون از ایجاد حکومت مشروطه و قانون اساسی طرفداری می‌کردند. اگرچه این عقیده از واقعیت دور نیست، ولی راوندی موضوع را در این باره به اجمال برگزار کرده و آنطور که باید و شاید نقش سیاسی روحانیون را در جزئیات فعل و انفعالات مشروطیت سال 1324 هجری قمری تجزیه و تحلیل نکرده است. اما برخلاف راوندی، کسروی در شرح اتحاد دو سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در آغاز وقایع انقلاب، کیفیت پشت کردن ملاها به مردم و مخالفت آنها را با ایجاد قانون اساسی به کرات ضمن تشریح وقایع سال 1325 بیان کرده است. کسروی در تشریح مخالفت طبقه روحانیون با انقلاب مشروطیت و قانون اساسی می نویسد به استثنای بعضی ملاهای جزء، طبقه روحانیون تحت تأثیر ملاهای مقتدر طراز اول به طور کلی با ایجاد قانون اساسی در ایران مخالفت می‌ورزیدند. لامپتون در کتاب خود تحت عنوان علمای ایران و اصلاحات قانون اساسی نقش آخوندها را در آغاز انقلاب مشروطیت تشریح و معتقد است که علت مخالفت روحانیون بر ضد رژیم موجود و مبارزه آنان در برابر بی‌عدالتی‌ها و تعدیات دولت وقت این بود که مردم به طور یکپارچه از رژیم مطلقه سلطنتی به سطوح آمده بودند و روحانیون در ابتدای ایجاد نهضت مشروطیت نمی‌توانستند به آنها پشت کرده و در برابر خواستهای ملی و اصلاحی آنها مخالفت ورزند. علی اصغر شمیم می نویسد محمد علی شاه با کمک درباریان و ایادی خود در میان طبقه روحانی در برانداختن اساس مشروطه می کوشید و دولت تزاری روس از آن دستگاه پشتیبانی می کرد. نگاهی به زندگی شخصی مذهبی و کیفیت شغلی ملاها و نقش اجتماعی و سیاسی آنها در دوره قاجاریه بر طبق نوشته‌های مشهورترین و معتبرترین نویسندگان آن زمان زمینه مناسبی برای شناخت چهره واقعی ملاها و هدفهای طبقاتی، شخصی و سیاسی آنها به شرح زیر به دست خواهد داد. در 10 سال اول سلطنت سلسله قاجار، اگرچه سیاست تقریباً از مذهب جدا و روحانیون مشغول بسط و تقویت سازمان‌های مذهبی خود بودند، معهازا بعضی اوقات مرزهای سیاست و مذهب در یکدیگر تداخل می‌کردند. به این معنی که اگرچه شاه فقط بر مردم حکومت می‌کرد و قدرت سلطه او در امور کشورداری از نظر تئوری از مرزهای غیر دینی فراتر نمی‌رفت، ولی در عمل او پادشاهی یک کشور اسلامی و حکمران ملت شیعه خوانده می‌شد
و لذا مسئولیت نگهداری از اسلام و ملت شیعه بر علیه خطرات بیدینی و سایر عواملی که موجبات تضعیف دین را فراهم می‌کردند اولین و مهمترین وظیفه او فرض شده و طبقه روحانیون بر خود فرض ذمه می‌دانستند که اگر شاه آنطور که باید و شاید به وظیفه مهم مذکور عمل نکرد مصرراً او را به مسئولیت‌هایی که از این لحاظ دارد آگاه سازند. مفهوم تضمنی حالت مذکور و یا به عبارت دیگر مفهوم مخالف مسئولیت شاه در ایجاد اقدامات لازم به منظور نگهداری کشور اسلامی و ملت شیعه آن بود که دولت نمیتوانست به طور کلی خود را از مذهب جدا کند و مسئولیت‌های عمومیش را در قالب امور دولتی و کشورداری به مفهوم خالص و بدون توجه به امور و موارد مذهبی انجام دهد و نه اینکه قادر بود به وجود طبقه روحانیون و خواستهای آنها بی‌اعتنا بماند. بنابراین اگر شاه در انجام بزرگترین وظیفه‌اش که نگهداری از یک جامعه اسلامی و ملت شیعه بود غفلت می‌ورزید، طبقه روحانیون بر خود فرض ذمه می‌دانست با در دست گرفتن رهبری ملت داخل پرانتز که تنها مفهوم رهبری ملت شیعه را داشت، شخصاً وظایف مذکور را به مورد عمل بگذارد. اگرچه واقعه کشته شدن گریبایدوف سفیر روسیه به وسیله تحریک میرزا مسیح مجتهد پس از پایان دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه و انعقاد معاهده ترکمانچای در مخالفت با فتح علیشاه و همچنین وقایعی که در دهه سال 1287 به بعد در ایران اتفاق افتاد، نمونه‌هایی از دخالت ملاها در امور دولتی بوده و مبین این واقعیت است که روحانیون معتقد بودند هر زمانی که دولت به بزرگترین وظیفه‌اش که حفظ یک جامعه اسلامی و ملت شیعه است عمل نکرد، آنها مجازند شخصاً بر ضد دولت قد علم کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. ولی نمونه بارز این فکر در زمان ناصرالدین شاه و در هنگام ایجاد واقعه معروف رژی رخ داد. بدین شرح که پس از آنکه در سالهای 1309 الی 1310 ناصرالدین شاه امتیاز تنباکو را به یک کمپانی انگلیسی واگذار کرد، ملاها به عنوان نایب امام غایب در پاسخ خواستهای تجار و ملیون بر ضد اقدام دولت که معتقد بودند قصد دارد امتیاز تنباکو را به امپریالیست‌های بیدین واگذار کند قیام کردند و موفق شدند دولت را وادار کنند امتیاز مذکور را لغو سازد. دولت آبادی تحقیقات جامعی درباره طبقه روحانیون ایران به عمل آورده و در کتاب خود تحت عنوان طریقه معاصر یا حیات یحیی علما را به دو طبقه متمایز تقسیم کرده است. طبقه اول آنهایی که با جیره‌خواران دولت رابطه ای نداشته خود را از قضاوت در امور شرع برکنار می‌دارند و مذهب را آلت متاع شخصی و داشتن زندگی تجملی قرار نمی‌دهند. طبقه دوم روحانیونی که شور قدرت طلبی آنها بیش از اشتغال به خدمات خالص مذهبی است. این دسته از روحانیون برخلاف گروه اول معمولاً در زمره جیره‌خواران دولت در می‌آیند و قضاوت در امور شرعی و یا اداری دادگاه‌های مذهبی را بر عهده می‌گیرند. روحانیون طبقه دوم معمولاً صدور فتوا و میانجیگری بین مردم و حکومت را وظیفه خود می‌دانند. هدایت نیز در خاطرات می‌نویسد این طبقه از روحانیون رسیدگی به امور قضایی را وسیله درآمد خود قرار می‌دهند و به همین علت در پایان قرن 19 تعداد محاکم شرع به حدی زیاد شده بود که برای هر امری تعداد زیادی فتواهای ضد و نقیض وجود داشت، به طوری که مسلمانان واقعی نمی‌دانستند به کدام یک از آنها باید متکی شوند و به فتوای کدام یک از آنها عمل کنند. به عقیده دولت آبادی بعد از دو طبقه مذکور از لحاظ قدرت و نفوذ وعاظ و یا اهل منبر قرار داشتند که به علت طبیعت شغلشان که روزخوانی و تعزیه گردانی بود با طبقه اعیان علایق دوستی و نزدیک برقرار می‌کردند. یکی از دانشمندان محقق معاصر ایرانی معتقد است که در طبقه بندی روحانیون باید امام جمعه ها و شیخ الاسلام ها را نیز از نظر دور نداشت.
امام جمعه ها و شیخ الاسلام ها آخوندهایی بودند که از طرف دولت منصوب می شدند و لذا باید آنها را در زمره آن طبقه از علما که قدرت طلبی سیاسی را هدف خود قرار می دادند محسوب نمود. این افراد دارای آب و ملک و ثروت زیادی بودند و اداری امور اوقاف را بر عهده داشتند. هنگامی که در نیمه دوم قرن 19 شهرهای اصفهان و تهران به صورت مراکز تعلیمات مذهبی درآمدند و با شهرهای مذهبی عراق عرب روابط نزدیک برقرار کردند، مراکز عملیات دو طبقه متمایز روحانیون مذکور وحدت جغرافیایی پیدا کرد و دوگانگی بین علمای قدرت طلب سیاسی و علمایی که خود را از سیاست کنار کشیده و صرفاً به امور خالص مذهبی می پرداختند مستحیل گردید. واقعه رژی و ایجاد نهضت ملی که به منظور مخالفت با دادن امتیاز تنباکو به انگلستان تشکیل گردید دو نتیجه مهم به بار آورد. اول اینکه باعث شد روحانیون و علمای اتباط که پس از نقش ننگاور علما و کشف خیانت‌های آنها که شرح آن قبلا گذشت خود را از امور سیاسی دور نگه داشته و صرفاً به امور خالص مذهبی سرگرم بودند، عملاً وارد طبقه روحانیون قدرت طلب که دخالت در امور سیاسی را وظیفه خود می‌دانستند شوند. و دوم اینکه واقعه مذکور قدرت و نفوذ علمای قدرت طلب را به نحو بسیار قابل توجهی ازدیاد بخشید و دولت ضعیف مرکزی را تحت الشعاع قدرت آنها قرار داد. جریانات مذکور همچنین باعث شد که فاضل شربیانی و شیخ محمود حسن ممقانی که پس از مرگ میرزا حسن شیرازی در مقام مهمترین قدرت مذهبی اتباط قرار گرفته بودند، در انتصابات دولتی ایران حق اظهار نظر و حتی وتو پیدا کنند. در جریان این تحولات به قول امین‌الدوله توسل، دولت ضعیف مرکزی به روحانیون درجه اول تهران و شهرستانها برای میانجیگری بین مردم و دولت سبب شد که احساسات جاه طلبی روحانیون و فرزندانشان که آقازادگان نامیده می شدند به حد بسیار زیادی اوج پیدا کند. توجه به زمینه اوضاع و احوالی که در بالا شرح داده شد و مخصوصاً در نظر گرفتن این واقعیت که انقلاب مشروطیت در واقع مبارزه ملت بر ضد دولتی تلقی شده بود که نه تنها ظلم و تعدی در برابر مردم پیشه کرده بلکه شهرت یافته بود که قصد داشت کشور را به امپریالیست‌های خارجی بفروشد، نقش علما را در نهضت ملی سالهای 1323 و 1324 هجری قمری به خوبی قابل توجیه می‌سازد. بدین شرح که اولاً طبقه روحانیون همیشه به این نکته واقف بوده است که در مبارزات قدرت طلبانه اش هیچگاه قادر نبوده است عوامل دولتی را به خود جلب و یا در داخل سازمان‌های دولتی نفوذ و برای خیش در مراکز مذکور پایگاه درست کند. بنابراین هر زمانی که به منظور تأمین نفع طبقاتی و منافع شخصی خیش و زیر پوشش دفاع از اسلام در صدد مبارزه با دولت وقت برآمده است، به تحریک مردم از طریق مسجد و منبر و روزخوانی در منازل پرداخته و بدین وسیله با استفاده از ایمان مذهبی مردم آنها را فریب و به نام دفاع از مقتضیات دینی و حمایت از خواستهای ملی در برابر دولت وقت به مبارزه برخاسته و به تحکیم مقام و موقعیت صنفی و اجتماعی خود پرداختند. ثانیاً، هرگاه که دولت‌های وقت در صدد جلوگیری از دخالت روحانیون در امور سیاسی و غیر مذهبی برآمده اند، بلافاصله روحانیون در خطر افتادن دین و یا ظلم به مردم مسلمان را بهانه کرده و بدین وسیله در برابر دولت وقت علم مخالفت برافراشتند. نگاهی به فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت به خوبی توجیه مذکور را مدلل می‌سازد. در سالهای 1323 الی 1324 بنابر آنچه که گفته شد و جزئیات آنها ذیلاً خواهد آمد، طبقه روحانیون در اصل مخالف انقلاب مشروطیت بودند، ولی از یک طرف تمایل ملی مردم در راه مبارزه با استبداد و حصول مشروطیت و از دیگر سو اقداماتی که دولت قاجار به منظور جلوگیری از قدرت طلبی‌های روحانیون به کار می‌برد، خواه و ناخواه آنها را مجبور کرد خود را از نظر ظاهری با مشروطه خواهان همگام نشان داده و از نهضت ملی مشروطیت به نفع استحکام قدرت صنفی خود بهره گیری کنند. شرح موضوع بدین قرار است که در سال 1323 دولت قاجار میرزا محمد رضا مجتهد کرمان را به علت دخالت در امور غیر مذهبی
و سوء استفاده از مقام و موقعیت مذهبی چوب و فلک کرد و همزمان با آن نسبت به سایر مقامات مذهبی و روحانیون نیز سختگیری‌هایی به کار برد و آنها را ملزم کرد که صرفاً باید به وظایف مذهبی خود پرداخته و از دست دادن به اقدامات غیر مذهبی خودداری ورزند. این امر ناقوس خطر تضعیف قدرت اجتماعی روحانیون را در گوش‌های آنها به طنین درآورد و جامعه روحانیون را وادار کرد که به طور یک پارچه برای جلوگیری از تضعیف قدرت خود در برابر دولت قاجار قد علم کند. انجام این برنامه با توجه به نفوذی که آخوندها در دهه اول قرن 20 در مردم کرده بودند، کار مشکلی به نظر نمی آمد. در بحبوحه مبارزات دولت و روحانیون، سید جمال، واعظ معروف و مرشد طبقه علما، در شوال سال 1323 با آنها اخطار کرد که وظیفه دینی آنان ایجاب می‌کند به عنوان رهبران ملت و نواب امام در حفظ جامعه شیعه ایران هر اقدامی که لازم به نظر آید انجام دهند. خطاب عنوان رهبران ملت به طبقه روحانیون از طرف سید جمال مبین این واقعیت است که طبقه مذکور تنها انجام وظایف دینی برای خود قائل نبوده و پیوسته داعیه داشتن قدرت سیاسی و حکم فرمایی در سر می‌پرورانده‌اند. به همین دلیل در نامه‌ای که سید محمد طباطبایی به مظفرالدین نوشت، خود را رهبر ملت خواند و مظفرالدین شاه را شخص اول دولت خطاب کرد و در تلگرافی نیز که وی به امپراتور ژاپن مخابره کرد، آن را به عنوان رئیس ملت اسلام امضا نمود. مع هذا اسناد معتبر و موجود تاریخی در سال اول انقلاب به طور صریح نشان می‌دهد که روحانیون هیچگاه نسبت به انقلاب مشروطیت روی خوش نشان نمی‌دادند. ولذا مردم مشروطه‌خواه که در برابر دولت پایگاهی نداشتند، پیوسته مجتهدین درجه اول تهران را در فشار قرار می‌دادند تا در راه نیل به مشروطیت با آنها همگامی نمایند و حتی در موارد عدیده روحانیون را در صورت عدم همکاری با انقلاب مشروطیت تهدید به مرگ می‌کردند. سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی از مجتهدینی بودند که دعوت مردم را در راه مبارزه با استبداد ایجاب کردند، ولی برای مشروطه به شرحی که خواهد آمد تعبیر خاصی که متضمن حفظ منفعت آخوندها بود قائل شدند و دولت را برای تأسیس عدالتخانه تحت فشار قرار دادند و سید مرتضی آشتیانی، سید محمد جعفر صدرالعلما و سید جمال الدین افجعی نیز از اقدامات آنها طرفداری کردند. نکته جالب در این بحث آن است که سید عبدالله بهبهانی پیشنهاد کرد به جای عنوان مجلس شورا عنوان عدالتخانه برای نمایندگان مردم انتخاب شود و سید محمد طباطبایی نیز صراحتاً در ماه جمادی الاول 1324 در معروفترین نطق خود به جای تأسیس مجلس شورای ملی تقاضا کرد مجلس مشروعیه عدالتخانه تأسیس شود. برخلاف طبقه مذکور، گروه دیگری از روحانیون درجه اول مانند سید ریحان الله، شیخ عبدالنبی، ملا محمد آملی و سید احمد طباطبایی که جیره‌خوار دولت بوده و با طبقه اعیان وابستگی‌هایی داشتند، به خواستهای مردم پشت کردند و به طرفداری از دولت عین‌الدوله و اقدامات او پرداختند. یکی دیگر از روحانیون طراز اول به نام سید علی آقایزدی که مرجع تقلید شاه بود، بی‌طرفی اختیار کرد تا در لحظات حساس مبارزه بین روحانیون و دولت بتواند به عنوان میانجی برای رفع اختلاف بین دو طرف اقدام لازم به عمل آورد. در ماه جمادی الاول 1324 بر اثر اخراج شیخ محمد واعظ از تهران به وسیله دولت و قتل سید عبدالحمید، اختلاف بین دولت و روحانیون به اوج خود رسید و لذا علما از یک طرف با بستن عنوان رهبران ملی به خود و از دیگر سو برای دفاع از حیثیت مذهبی خود تهران را ترک و به قم مهاجرت کردند. پس از مهاجرت روحانیون درجه اول تهران به قم، گروه دیگری از روحانیون سایر شهرستانها از قبیل شیخ حسین شیخ العراقین، مقام مذهبی معروف و یکی از متمولین به نام اصفهان، به آنها پیوستند. حتی آقا نجفی، یکی از روحانیون محافظه‌کار اصفهان نیز برای همدردی با روحانیون تهران بر ضد دولت با فرستادن نماینده‌ای به قم با آنها ابراز همدردی نمود. نوایی می‌نویسد با توجه به اینکه آقا نجفی نامزد نمایندگان مجلس شورای ملی اصفهان را شخصاً با استخاره تعیین می‌کرد، معلوم نیست چرا او دیگر با ایجاد مجلس مخالفت می‌ورزید.
اگرچه مبارزه مذکور در واقع مبارزه بین روحانیون قدرت طلب و دولت بود، ولی مبارزه مذکور در ظاهر به عنوان اختلاف بین ملت و دولت دامن زده شده بود و به همین علت آشتی و یا توافق بین دولت و ملت بستگی به این داشت که دولت موفق شود به منظور رفع آتش قدرتخواهی طبقه روحانیون شهد مطلوب قدرت را به سینه آنها تزریق و رضایتشان را از این نظر حاصل کند. روحانیون قبل از اینکه قم را ترک کنند آخرین تقاضای خیش را مبنی بر تأسیس مجمع المجلس عدالت به منظور تحکیم و تقویت جامعه اسلامی بیان داشتند و سرانجام شاهد موفقیت را در برابر دولت در آغوش گرفتند، زیرا هنگامی که در شعبان سال 1324 آیین گشایش مجلس مذکور با حضور 17 نفر از مجتهدان به عنوان رهبران ملت شیعه برگزار شد، مظفرالدین شاه در نطق افتتاحیه خود از تحول مذکور به نام اتحاد ملت و دولت یاد کرد. تصویب قانون اساسی در روز 14 ذوالقعده 1324 هجری قمری، مخصوصاً با توجه به اینکه موجودیت مجلس و حدود اختیارات و وظایف آن به طور کامل در قانون اساسی تشریح شده بود، روحانیون را به فکر انداخت تا وضع خود را در برابر تحولاتی که به وجود آمده بررسی و مشی فکر و منش خود را در چارچوب اوضاع و احوال سیاسی تازه‌ای که در حال گسترش بود روشن و تثبیت نمایند. ضمن بررسی وضع خود پس از تصویب قانون اساسی، روحانیون خیلی زود به این نتیجه رسیدند که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و صلاح طبقاتی آنها ایجاب نمی‌کرد به ملتی که یک پارچه در راه ایجاد حکومت پارلمانتاریسم متحد شده است اعلان جنگ دهند و بنابراین در جریان مذاکره مجلس برای متمم قانون اساسی در صدد تعیین موضع سیاسی خود و تطبیق موجودیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی خود با حکومت پارلمانی که در حال به وجود آمدن بود برآمدند. در ماه‌های جمادی الاول و جمادی الثانی سال 1324 موقعی که روحانیون در قم بست نشسته بودند، طرفداران قانون اساسی به حصول پیشرفت مهمی مبنی بر تغییر عنوان مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی در پیشنویس نهایی فرمان مشروطیت نایل شده بودند. پرسشی که در اینجا پیش می آید آن است که با روی کار آمدن رژیم فاشیستی ملایان در ایران و تعیین عنوان مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی، روح پاک هزارها افراد ایرانی میهنخواهی که خون پاک خود را نثار نهال تازه پای مشروطیت ایران و ایجاد دموکراسی و آزادی خواهی کردند، در بستر خاک چه حالی خواهد داشت؟ و پاسخ این پرسش را تنها تاریخ میتواند بدهد. دنیای ما 4000 سال تاریخ نوشته دارد و در این مدت حتی یک نمونه استثنایی نیز نشان نمی‌دهد که حکومت ظلم پایدار مانده باشد. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید الولایت یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، یعنی شهر ممکن است با کفر زنده بماند ولی با ظلم باقی نخواهد ماند. اما آنچه که روح هر ایرانی پاک نهادی را آزار می‌دهد آن است که افراد این ملت ستم دیده هر تصوری را می‌توانست در مخیله ترسیم کنند، غیر از این که قربانی خدعه و نیرنگ روحانیون خونخوار خود قرار بگیرند. به هر حال به دنبال تصویب قانون اساسی 14 ذی‌قعده 1324 مظاهر نارضایی طبقه روحانیون با قانون اساسی آشکارا در اعمال و رفتار آنها به منصه ظهور رسید. قبلاً در ماه ذی‌حجه 1325 گروهی از روحانیون موانعی در راه برگزاری انتخابات نمایندگان مجلسان در بعضی ایالات ایجاد کرده و در ماه محرم 1326 هنگامی که بحث درباره اصول متمم قانون اساسی آغاز شد، شیخ فضلالله نوری با ایجاد طرح تازه‌ای آشکارا در برابر ملیونی که مشغول ایجاد طرح‌های اصلاحی برای سر و صورت دادن به اوضاع آشفته کشور بودند، علم مخالفت برافراشت. طرح شیخ فضلالله نوری عبارت از این بود که وی ادعا می‌کرد در قانون اساسی مصوبه حقوق مسلمانان از سایر اقلیت‌های مذهبی متمایز نشده است و بدین وسیله از یک طرف کوشش می‌کرد مردم را بر ضد دولت به شورش برانگیزد و از دیگر سو سعی داشت به منظور پیشبرد منافع شخصی خود روابطش را با محمد علی شاه که او نیز به منظور در هم شکستن اساس انقلاب مشروطه در پی جلب حمایت ملاها بود، حسن نگه دارد.
محمد علی شاه برای جلب نظر روحانیون به مجلس توصیه کرد که اصول قانون اساسی بر طبق قوانین و مقررات قرآن کریم داخل پرانتز و یا شریعت محمد صلی الله پایه‌ریزی و تنظیم شود. با توجه به مقارن بودن زمان مذکور با برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم، آخوندی به نام سید اکبرشاه از موقعیت استفاده و در مراسم سوگواری مذکور به صراحت در هنگام روزه‌خوانی با ایجاد قانون اساسی مخالفت ورزید. سپس سید اکبرشاه، شیخ زینالدین زنجانی و سید محمد تفرشی، جانشین رقیب تازه درگذشته سید عبدالله بهبهانی و 80 نفر آخوند دیگر به عنوان مخالفت با قانون اساسی و ایجاد مشروطیت در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. با وجود اقدامات مذکور، معهازا سید اکبرشاه و طرفدارانش نتوانستند توجه مردم را به خود معطوف کنند و در شورانیدن مردم بر ضد قانون اساسی کاری از پیش نبردند. در این زمان مخالفت روحانیون با قانون اساسی و حکومت پارلمانی هنوز پوشیده مانده و کاملا برملا نشده بود. در ضمن در خلال این اوضاع و احوال وقایعی رخ داد که حیثیت روحانیون را به نحو مؤثری لکه‌دار نمود. بدین شرح که در ماه‌های صفر و ربیع الاول 1326 گروهی از کشاورزانی که از ظلم و تعدی 2 نفر از آخوندهای ملاک، یکی متولی باشی قم و دیگری حاج آقا حسین مجتهد ثروتمند عراق، عرصه به آنها تنگ شده بود، به مجلس پناهنده و از اجحاف و ستمگری آنها شکایت کردند. همچنین در این زمان بین طرفداران قانون اساسی و روحانیون طراز اول رشت و تبریز کشمکش‌های شدیدی در گرفت. حاج خمامی مجتهد معروف رشت و اطرافیانش شهر را ترک و عازم تهران شدند. در بحبوحه اوضاع و احوال مذکور واقعه دیگری که به شأن و مرتبت روحانیون ضربه بزرگ و جبران ناپذیری وارد نمود این بود که مردم تبریز از طرز رفتار میرزا حسن مجتهد شهر مذکور و گروهی از روحانیون تبریز به سطوح آمدند و آنها را از شهر اخراج کردند. اضطراب و نگرانی روحانیون از ایجاد قانون اساسی و حکومت پارلمانی و پیروی آنها از رهبری شیخ فضلالله نوری در مخالفت با تصویب قانون اساسی تا ماه ربیع الثانی که امین‌السلطان با حمایت شیخ فضلالله نوری به نخست وزیری منصوب شد، در پس پرده و غیر آشکار نوری در مجلس بر ضد تصویب قانون اساسی به مخالفت برخاست و پسرش به عنوان رابط عازم نجف گردید. نوری پیشنهاد کرد کمیته‌ای مرکب از 5 نفر از روحانیون طراز اول به نام کمیته تطبیق قوانین با مقررات اسلامی به وجود آید و مصوبات مجلس فقط با تصویب کمیته مذکور صورت قانونی یابد. از طرف دیگر گروهی از طلاب را تحریک کرد در خارج از مجلس به طور دائم در طرفداری از طرح او اقدام تظاهرات نمایند و بدین وسیله نمایندگانی را که با طرح وی موافقت نشان نمیدادند مورد تهدید قرار داد. به علاوه نوری انجمنی از مجتهدین تبعیدی رشت و تبریز مرکب از شیخ عبدالله نوری، ملا محمد آملی و حاج میرزا لطف‌الله روزخان به منظور مخالفت و مبارزه با حکومت پارلمانتاریسم تشکیل داد. 2 نفر اخیر داخل پرانتز ملا محمد آملی و حاج میرزا لطف‌الله روزخان مخصوصاً در مخالفت با مجلس تا آنجایی که در قدرت داشتند داد سخن دادند. در ایالات نیز آخوندها بر ضد ایجاد قانون اساسی علم مخالفت برافراشتند. حاج محسن تا آنجایی که توانایی داشت طرفداران قانون اساسی را در عراق تحت فشار قرار داد و در نیشابور نیز حاج میرزا حسن با انجمن شهر مذکور که از مشروطیت طرفداری می‌کردند به کشمکش و جدال پرداخت. از طرف دیگر نوری ملا قربان علی مجتهد سالخورده زنجان را تحریک کرد و آخوندی را به نام سید جمال به قزوین فرستاد تا همگام با اقدامات مخربانی او در تهران در شهرستان‌های مذکور به ایجاد شورش و بلوا بپردازند. این افراد با اقدامات خود موفق شدند امنیت شهرهای زنجان و عراق را مختل نمایند. سرانجام طرح شیخ فضلالله نوری درباره ایجاد کمیته تطبیق قوانین در جمادی الاول سال 1325 در اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. اما وی که هنوز از کسب موفقیت مزبور اختصاص مزیت مذکور به روحانیون در قانون اساسی مصوبه راضی نبود، به اتفاق ملا محمد آملی و حاج میرزا لطف‌الله به حرم حضرت عبدالعظیم وارد
و به عنوان مخالفت با ایجاد قانون اساسی مصوبه در آنجا بست نشست. در ماه ربیع الاول سید محمد یزدی، یکی دیگر از مجتهدین به نام و خطبای معروف آن زمان، به افرادی که با حکومت مشروطه پارلمانی مخالفت می‌کردند ملحق شد و مبارزه دامنه‌داری را بر ضد طرفداران قانون اساسی و همچنین پیروان فرقه بهایی آغاز کرد. در ماه صفر 1326 مجلس مزایای مربوط به تویول را ملغا کرد. این عمل خشم و تنفر عمیق افرادی را که تا آن زمان از مزایای مربوط به تویول استفاده می‌کردند به شدت بر ضد مجلس تحریک کرد. مخالفت آخوندها با لغو سیستم تویولداری به وسیله مجلس نشان دهنده این واقعیت تلخ است که ضدیت آنها با ایجاد حکومت پارلمانتاریسم به این علت بود که می‌ترسیدند اگر سیستم حکومت پارلمانی در ایران به وجود آید، منافع و مزایای سنتی آنها از قبیل قضاوت در محاکم شرع و عایداتی که از این راه برایشان حاصل می‌شد از بین برود. همچنین آنها می‌ترسیدند که با ایجاد حکومت پارلمانتاریسم سیستم تعلیم و تربیت کشور اصلاح شده و در نتیجه با سواد شدن مردم تسلط و نفوذ آنها بر عقاید و افکار مردم که از راه انجام وظایف مذهبی که آخوندها برای خود قائل شده بودند بر مردم تحمیل می‌شد کاهش یابد. به غیر از علل مذکور هیچ دلیل دیگری نمیتواند مخالفت آخوندها را با لغو سیستم تویولداری توجیه کند، زیرا استفاده از مزایای تویول و یا مفتخواری و طفیلی زندگی دیگران بودن نه تنها با موازین شرع مقدس اسلام بلکه با هیچ سیستم منطقی و مشروعی قابل توجیه نیست. اسلام دین کار و کوشش و مساوات است و آیه شریفه لیس الانسان الا ما سعی مبتنی بر این واقعیت است که ارکان شرع مقدس اسلام بر اساس جهد و کوشش بنیانگذاری شده و هر کسی باید از نتیجه دسترنج خود زندگی و امرار معاش کند. بنابراین طرفداری آخوندها از سیستم تویول و تویولداری که مروج تنپروری، بطالت و مفتخواری و زندگی در پرتو حاصل کار و دسترنج دیگران است، اقدامی بود که به وسیله هیچ نوع ایدئولوژی مذهبی و اجتماعی و به وسیله هیچ کس، حتی خود آیت الله خمینی که شیخ فضل الله نوری را مراد سیاسی خود قلمداد کرده اند، قابل توجیه و دفاع نیست. در ماه جمادی الاول 1325 همگام با اقداماتی که شیخ فضل الله نوری در جهت مخالفت با حکومت پارلمانی به عمل می آورد، نقیب السادات شیرازی با کمک تویولداران یک روزخوانی به منظور به وجود آوردن پایگاهی جهت مخالفت با اقدامات مجلس در الغای تویولداری ترتیب داد. به دنبال اقدامات مذکور میرزا حسن مجتهد تبریز، سید احمد طباطبایی فرزند حاج محسن مجتهد عراق، تویولداران و گروه دیگری از ملاها و طلابی که تعدادشان بالغ بر 500 نفر میشد به شیخ فضل الله نوری پیوستند و به علت لغو سیستم تویولداری در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. در اثنای 3 ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم از جمادی الاول تا رجب، نوری موفق شد اعتراضات طبقه روحانیون را بر ضد ایجاد قانون اساسی و حکومت پارلمانی سازمان داده و آنها را به طور یکپارچه بر ضد طرفداران قانون اساسی بشوراند. نامبرده اقدامات مذکور را به وسیله نامه‌های سرگشاده‌ای که از حضرت عبدالعظیم انتشار و توزیع می‌یافت و به نام روزنامه شیخ فضل الله نامیده می‌شد انجام می‌داد. نامه‌های مذکور غالباً به وسیله خود شیخ فضل الله نوری و یا به دستور او تهیه می‌شد و بعضاً نیز شامل نامه‌ها و تلگراف‌هایی بود که از طرف سید کاظم یزدی مرجع تقلید در نجف، مرعجی از طرفداران مشروطیت، آخوند خراسانی، حاج آقا حسین فرزند حاج میرزا خلیل تهرانی و سید عبدالله مازندرانی به رشته تحریر در می آمد. اگرچه اعتراضات طبقه روحانیون شامل ایجاد مدارس دخترانه و اختصاص بودجه روزخوانی برای تأسیس کارخانه‌ها و ایجاد صنایع اروپایی بود، اما شیخ فضل الله نوری مدعی بود که ایجاد مجلس شورای ملی باعث ترویج آداب و رسومی خواهد شد که کفر و بدبینی را در بین افراد جامعه مسلمان اشاعه خواهد کرد. وی همچنین معتقد بود که چون طرفداران قانون اساسی معتقدند که قوانین و مقررات اسلامی به 1300 سال قبل تعلق داشته و با مقتضیات زندگی جدید کنونی قابل انطباق نیست، لذا مجلس شورای ملی سبب تحریف قوانین و مقررات اسلامی خواهد شد. همچنین نوری ادعا می‌کرد که ایجاد مجلس شورای ملی
باعث استهزاء مسلمانان و اهانت به روحانیون، طرفداری از برابری حقوق سایر ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی، ترویج فحشا و طرفداری از آزادی مطبوعات که با شرع مقدس اسلام مباینت دارد خواهد شد. شیخ فضل الله نوری اعلام کرده بود که هدف اصلی او از مبارزه بر ضد مشروطیت و قانون اساسی محافظت از سنگر اسلام بر ضد منافقین و بدعتگزاران در دین است. وی مدعی بود که طبقه روحانیون با اقدامات خود قصد دارند برادران مذهبی را از خواب غفلت بیدار کرده و با اصلاح و هدایت طرز فکر آنها اجازه ندهند بهایی‌هایی که در صدد گمراه کردن افراد مردمی که از چهارپایان در جهل بیشتری به سر میبرند داخل پرانتز عوام الظالمین الانعام هستند آنان را آلت مطالع خود قرار دهند. نوری به صراحت در مطالب خود اعلام داشت که روحانیون اجازه نخواهند داد اسلام ضعیف شده و قانون شرع مقدس تحریف و سوء تعبیر شود. نوری همچنین اظهار می داشت برخلاف تجدد طلبانی که مدعی هستند روح واقعی اسلام با مفاهیم سیاسی غرب منافاتی ندارد، ما ثابت خواهیم کرد که اصول و موازین مذکور نسبت به اسلام کاملا بیگانه بوده و ایجاد پارلمان‌های اروپایی و قوانین اساسی مربوط به آنها با روح اسلام به هیچ وجه سازگاری ندارد. اعمال و کرداری از قبیل آتشبازی، ضیافت‌های هیئت‌های سیاسی خارجی، رواج آداب و رسوم بیگانگان، سر دادن فریادهای هورا، نوشتن شعارهای زنده‌باد، زنده‌باد مانند زنده‌باد تساوی و برادری، همه از مظاهر زندگی فرنگیان غربی میباشد که با آداب و رسوم مقدس اسلام ابداً سازگاری و انطباق ندارد. چرا به جای یکی از آن شعارها نمی‌نویسند زنده‌باد شرع مقدس اسلام، زنده باد قرآن، زنده باد اسلام. همچنین نوری اعلام داشت هیچ کس با ایجاد مجلس مخالف نیست و لزوم آن را انکار نمی کند، اما آنچه که در سال 1324 از دولت تقاضا شده است یک مجلس معدلت بوده که بتواند مروج عدالت و انصاف بوده و به اجرای قانون مقدس شرع بپردازد. مشروطه ملی و مشروطه عناوینی هستند که گوش کسی آنها را نشنیده است. مجلس نباید با اسلام منافات داشته باشد. مجلس باید امر به معروف و نهی از منکر کرده و به حفظ و نگهداری سنگر اسلام بپردازد. اما طرفداران قانون اساسی و مشروطیت می‌خواهند مجمع شورای ایران را تبدیل به پارلمان پاریس نمایند. امروز ما می‌بینیم که این افراد در مجلس شورا کتب حقوقی پارلمان‌های اروپایی را آورده و قصد دارند حقوق مذکور را در کشور ما ترویج دهند، در حالی که ما مردم مسلمان خود دارای یک قانون مقدس ازلی و آسمانی هستیم. در تلگرافی که سید کاظم یزدی از نجف مخابره نمود، به علما دستور داد که مجلس باید مرکزی برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، نه اینکه مانند یک پارلمان به انجام وظیفه بپردازد. همچنین مجلس باید به کلیه شرایط و محدودیت‌هایی که علما در حضرت عبدالعظیم برایش قائل شده اند تن در دهد. نوری همچنین تلگرام‌هایی را که 3 نفر از مراجع نجف طرفدار قانون اساسی مخابره کرده و ضمن آن پیشنهاد کرده بودند که اصلی به متمم قانون اساسی مبنی بر اجرای مقررات اسلامی افزوده شود، انتشار داد و اعلام داشت که بر طبق مفاد تلگرام‌های مذکور حتی طرفداران قانون اساسی نیز معتقدند که اصول قانون اساسی باید متضمن اجرای مقررات شرع مقدس اسلام باشد. یکی دیگر از اقدام‌های نوری به منظور بلا اثر گذاشتن طرفداران ایجاد مشروطیت این بود که نامبرده مصرانه پیشنهاد کرد که کلمه مشروعه باید به عنوان مشروطه افزوده شده و سیستم جدید دولت بر پایه مشروطه مشروعه بنیانگذاری گردد. تبلیغات نوری در سرسخت‌تر کردن عوامل ضد مشروطیت و شدت مخالفت آنها بر ضد ایجاد قانون اساسی بسیار مؤثر افتاد. شیخ فضل الله نوری به عوامل روانشناسی مردم از لحاظ دید مذهبی آگاهی کامل داشت و برای فلج کردن مبارزات مشروطه طلبی و ضد استبداد می‌دانست چگونه باید عمل کند.
وی چون به خوبی آگاه بود که با استناد به فلسفه و حقوق سیاسی قادر نیست از ایدئولوژی‌های آزادی‌خواهی انتقاد کند، لذا تمام کوشش خود را روی مباحث مذهبی متمرکز کرد و تنها با حربه مشروطیت ضد مذهب به مبارزه بر ضد مشروطه طلبان قیام کرد و در این راه حتی قادر نبود فلسفه و یا نکته ذهنگیری درباره مخالفت مذهب با مشروطه بیان کند و حتی نمی‌توانست استدلال کند چرا مشروطه برخلاف مذهب است، بلکه تبلیغات و نوشته‌هایش تنها در اطراف مشروطه عاملی بر ضد دین دور می‌زد. امروز اگرچه مدت در حدود 70 سال از پیروزی انقلاب مشروطیت می‌گذرد، اما گویی روح شیخ فضلالله نوری که قصد داشت کشور را در جهل سیاه عقب ماندگی و فاشیست مذهبی نگه دارد، در کالبد آیت الله خمینی به اصطلاح روانشناسان مکانیسم رنکارنیشن را طی می‌کند. آیت الله خمینی به شیخ فضلالله نوری، خائن رسوایی که با عملیات ضد ملیش به روحانیت داغ ننگ زد، عنوان شهید مظلوم می‌دهد و حتی در مسیر راندن کشور به خفقان فاشیستی از افکار وی سبقت می‌گیرد. در شرح مصاحبه‌ای که اوریانا فالاچی، خبرنگار معروف ایتالیایی، با آیت الله خمینی کرد، نوشت که قبل از ملاقات خمینی، افرادی که وی را به محل دفتر او هدایت می‌کرده، اظهار داشتند که وی باید از ذکر کلمه دموکراسی نزد او خودداری کند، زیرا خمینی به شدت نسبت به این کلمه تنفر می‌ورزد. به هر حال تبلیغات شیخ فضلالله نوری از یک طرف افرادی را که ایجاد سیستم‌های نوین اداری و اصلاحات قضایی و مالی منافعشان را به خطر می‌انداخت، در مبارزه بر ضد مشروطیت مصمم‌تر کرد و از سوی دیگر تبلیغات مذکور سبب شد افرادی که تاکنون از سیاست کناره‌گیری کرده و یا در پیوستن به یکی از دو قطب مشروطه‌خواهی و یا استبداد طلبی خودداری و بی‌طرفی اختیار کرده بودند، به گروه ضد پارلمانتاریسم ملحق شوند. بدین ترتیب تأثیر محتویات و مطالب روزانه نوری اثر فوری و قاطع داشت و به زودی پیشوران و مغازه‌داران مذهبی و بسیاری از نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار داد. بالاتر از همه مهمترین اثر تبلیغات نوری این بود که باعث شد مشروطیت از نظر مذهبی و از دید روحانیون تعبیر خاصی پیدا کند. بدین شرح که هم آن طبقه از تعداد بسیار قلیلی از مجتهدین درجه اول که به مزایای انسانی و اجتماعی ایجاد مجلس شورای ملی آگاه بوده و از مشروطیت طرفداری می‌کردند و هم آنهایی که به مناسبت مقتضیات سیاسی و بر اساس منافع شخصی به یکی از دو قطب مشروطه طلب و یا استبدادخواه متمایل می‌شدند، همه به طور یکپارچه تعبیر پارلمانتاریسم را از دید مذهبی قبول کرده و اصرار می‌ورزیدند که در مجلس شورای ملی باید گروهی آخوند وجود داشته و در برابر مصوبات مجلس حق وتو داشته باشند. همچنین کلیه آخوندها اعم از موافق و یا مخالف مشروطیت معتقد شدند که حتی با وجود ایجاد سیستم پارلمانتاریسم و به وجود آمدن مجلس شورای ملی و قانون اساسی، آزادی مطبوعات باید محدود بماند و هیچ نوع تغییر و یا اصلاحی نیز نباید در سیستم قضایی و یا فرهنگی دستگاه دولت به وجود آید. یکی از مؤثرترین تبلیغات نوری این بود که علما و روحانیونی که خود را از سیاست کنار کشیده بودند، بر ضد پارلمانتاریسم تحریک و آنها را در صف مخالفان ایجاد مشروطیت و قانون اساسی درآورد. بزرگترین دلیل این امر اقدامات مراجع نجف بر ضد مشروطه طلبان ایران است که در تاریخ و نوشته‌های مربوط به انقلاب مشروطیت ذکری از آن به میان نیامده و حائری از این موضوع ابراز تأسف کرده است. بنا به قول الفت شاعر، فرزند آقا نجفی، مجتهد معروف اصفهان که در آن زمان در نجف به تحصیل اشتغال داشت، اخبار وقایع سالهای 1323 تا 1324 تأثیر برق‌آسایی در محافل نجف و مدارس اطباء داشت. در بحبوحه وقایع انقلاب مشروطیت، سیل روزنامه‌ها و مجلاتی که از وقایع مربوط به انقلاب مشروطیت ایران حکایت می‌کردند، از هندوستان، مصر، لبنان و ایران به نجف سرازیر شد و طلاب نجف را یک شبه سیاست زده کرد و آنها را وادار به ورود در صحنه‌های سیاسی ایران نمود. حتی آن گروه از روحانیونی که صرفاً به امور خالص دینی اشتغال داشتند و سیاست کناره‌گیری کرده بودند و به همین مناسبت خود را ارتش خدا می‌نامیدند، وارد معرکه سیاست شدند. و اما نقش مراجع تقلید نجف در جریان فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت چه بود؟
با توجه به اینکه در جریان اوضاع و احوال مذکور فاضل شریبانی و شیخ محمود حسن ممقانی درگذشته بودند، لذا عده‌ای از روحانیون نامزد مرجع تقلید شده و رقابت شدیدی بین آنها در گرفته بود. این افراد عبارت بودند از حاج میرزا حسین فرزند حاج میرزا خلیل که اکثر طرفداران او را ساکنان تهران تشکیل می‌دادند، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که هواخواهان زیادی نداشت ولی در فقه اسلام بسیار مشهور بود، سید محمد کاظم یزدی که رساله او تحت عنوان رسالة العملیه منبع و الهام دهنده سایر رساله هایی که در قرن 20 نوشته شد قرار گرفت. سایر روحانیونی که در جریان این رقابت قرار گرفته بودند عبارت بودند از میرزا محمد تقی شیرازی، حاج سید اسماعیل صدر اصفهانی، حاج میرزا فتح‌الله شریعت اصفهانی و ملا عبدالله مازندرانی، آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین که به وسیله گروهی از مازندرانی‌های نسبتاً درجه دوم پشتیبانی می‌شدند، در صف طرفداران انقلاب مشروطیت قرار گرفتند و ضمن حمایت از طرفداران قانون اساسی به وسیله خط تلگراف مستقیم کمپانی هند شرقی اخبار مربوط به فعل و انفعالات انقلاب مشروطیت را به محافل نجف مخابره کردند. سایر مقامات مذهبی بی‌طرفی اختیار کرده و از ورود به ماجراهای سیاسی خودداری ورزیدند. هنگامی که فرزند نوری در نجف مشغول تبلیغ برای برنامه‌های ضد مشروطیت پدرش در تهران بود، شاگردان سید کاظم یزدی او را تحت فشار دائم قرار داده و از او خواستند به طرفداران قانون اساسی پیوسته و از انقلاب مشروطیت طرفداری کند. یزدی از قبول درخواست شاگردانش مبنی بر حمایت از مشروطه‌خواهان گویا سرباز زد، ولی طلاب او را تهدید کردند که اگر از انقلاب مشروطیت طرفداری نکند وی را خواهند کشت. سرانجام با توجه به اینکه گروهی از مریدان عرب او حاکم عثمانی نجف و ارتش خدا حمایت از یزدی را به عهده گرفتند، نامبرده به طور علنی و صریح عقیده‌اش را درباره مخالفت با انقلاب مشروطیت اعلام داشت و به منظور اجابت دعوت شیخ فضلالله نوری فرزندش را به حرم حضرت عبدالعظیم روانه کرد که به متحسنین ملحق شود. در نتیجه مخالفت سید کاظم یزدی با مشروطیت بین طرفداران وی و پیروان آخوند خراسانی و میرزا حسین کشمکش‌ها و زدوخوردهایی در گرفت، ولی بر اثر طرفداری حاکم عثمانی نجف و طرفداران ارتش خدا از سید کاظم یزدی نامبرده بر رقبایش پیروز گردید. در نتیجه این پیروزی سید محمد کاظم یزدی که به وسیله ایرانیان بیسواد و اعراب محلی حمایت میشد، به صورت مقام مذهبی بلا منازع اتباط درآمد و علمدار مخالفت با مشروطیت و قانون اساسی گردید. این واقعه تقریباً موضع سیاسی روحانیون را روشن و یکپارچه کرد و آنها را در جهت ایجاد یک حکومت مذهبی متشکل از روحانیون به حرکت درآورد، به طوری که کسروی می‌نویسد: پس از ایجاد این واقعه هر روز هزاران نفر ایرانی و عرب به سید محمد کاظم یزدی اقتدا و پشت سرش نماز می‌گزاردند، در حالی که تنها در حدود 30 نفر با آخوند خراسانی اقتدا و پشت سر او نماز روزانه می‌گزاردند. از شرح کلیه اوضاع و احوال فقه میتوان استنتاج منطقی کرد که موفقیت شیخ فضلالله نوری در سازمان دادن گروه‌های مخالف ضد مشروطیت و طرفداری او از محمد علی شاه و حکومت استبدادی‌اش در سال 1325 و ابتدای سال 1326 به اندازه شاهکار او در ایجاد نهادهای مذهبی در پوشش مصالح مردمی و اجتماعی که منجر به تحکیم مبانی قدرت سیاسی روحانیون شد مؤثر نبود. در بحبوحه این جریان، هنگامی که هنوز شیخ فضلالله نوری در تحسن حضرت عبدالعظیم به سر می‌برد، امیرالسلطان همکار و متحدش که با کمک و موافقت وی به صدارت رسیده بود مقتول شد و این موضوع مخصوصاً روش غیر ثابت شاه که یک روز دست حمایت به سوی روحانیون دراز و به طرفداران مشروطیت پشت و دیگر روز نسبت به مشروطه طلبان روی موافق نشان میداد، باعث وقفه در پیشرفت‌ها و موفقیت‌های سیاسی نوری گردید. به هر حال قتل امین‌السلطان باعث شد که شاه، رجال و طبقه اعیان کشور فوراً به طرف طرفداران قانون اساسی متمایل و نسبت به آنها دست دوستی دراز کردند و روحانیون را به حال خود رها کردند. توافق محمد علی شاه و طرفداران قانون اساسی مدت کوتاهی بیش به طول نینجامید. در اواخر سال 1326 محمد علی شاه که به سختی مورد حمله روزنامه‌های طرفدار قانون اساسی و مشروطیت قرار گرفته بود، مجددا دست دوستی به طرف روحانیون دراز کرد و از آنها تقاضای حمایت نمود. در این زمان گروه بسیار زیادی از علما و روحانیون طراز اول به شیخ فضلالله نوری پیوسته و حمایت مطلق او و ایدئولوژی‌های مذهبی او را که در معنی مخالفت تام و تمام با مشروطیت بود بر عهده گرفته بودند.
سید محمد کاظم یزدی و سید اکبرشاه نیز شعار معروف ما دین نبی خواهیم مشروط نمی خواهیم را ابتکار کرده و آن را به مغز پیروان بیسواد خود وارد و بر زبانشان جاری کرده بودند. کسروی می‌نویسد سید محمد کاظم یزدی و سید اکبرشاه به منبر رفته می‌گفتند زنا بکن، دزدی بکن، آدم بکش، اما نزدیک این مجلس مرو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. سید علی آقا یزدی و میرزا ابوطالب زنجانی مجتهد متمول زنجان نیز با شیخ فضل الله نوری متحد شده و همه آنها با دربار شاه و طبقه اعیان که نهایت کوشش خود را برای شکست مشروطه خواهان به کار می‌بردند ائتلاف کردند. نکته‌ای که ذکر آن در شرح فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت نباید ناگفته بماند آن است که در نهضت روحانیون مخالف مشروطیت و پارلمانتاریسم که از سال 1325 تا سال 1326 جریان داشت، آخوندهای مرتجع و سرسختی وجود داشتند مانند ملا علی اکبر بروجردی که نه تنها با مشروطیت بلکه حتی با ایجاد عدالتخانه نیز مخالفت می‌ورزیدند. به غیر از نام برده آخوندهای دیگری نیز از قبیل میرزا محمد رضای مجتهد کرمانی، شیخ محمد واعظ و میرزا آقا اصفهانی چون به علت تجاوز از وظایف خالص مذهبی چوب و فلک شده و یا از محل اقامتشان به خارج تبعید شده بودند، سرسختانه با مشروطیت مخالفت می‌ورزیدند و از عوامل ایجاد نهضت ضد مشروطیت که از سال 1323 تا 1324 جریان داشت به شمار می‌روند. در ذی‌قعده 1326 اراذل و اوباش تهران در حالی که مشروبات الکلی استعمال و از حال طبیعی خارج بودند، در توپخانه تظاهراتی بر ضد مشروطیت و پارلمانتاریسم برپا کردند که جمعی از روحانیون برجسته و درجه اول نیز در آن شرکت کرده بودند. شرکت روحانیون برجسته تهران در تظاهرات مذکور قبیح‌ترین ننگی است که به روحانیت شیعه‌گری در ایران زده است. علیاصغر شمیم می‌نویسد روحانیون مستبد مشروطیت را دین مزدک اعلام کردند و مشروطه طلبان را بابی گفتند و ریختن خون و بردن مال آنها را بر مسلمین حلال فتوا دادند. تمام شهر در حال تعطیل بود و تمام دکانها بسته شده بود. اشرار و الوات که عده آنها به چندین هزار نفر می‌رسید به غارت و مجروح و مقتول کردن مردم بیگناه دست زدند و سپس یا کشته و یا اقلاً مجروح نمودند. مؤلف مذکور همچنین درباره تأمین هزینه‌های واقعه فضاحت‌بار توپخانه می‌نویسد. سندی وجود دارد که ادوارد براون آن را به شاپشال فرمانده روسیه گارد سلطنتی نسبت داده و سند مذکور چگونگی تهیه پول برای مزد و پاداش به تبهکاران واقعه توپخانه را فاش می‌کند. سند مذکور سیاهی اشیایی است که به رسم گروگان به وسیله شاپشال از طرف اعلیحضرت به بانک استقراضی روس در تهران برده شده و در برابر 60,000 تومان وام گرفتند که به مصرف پذیرایی نوشابه و هزینه‌های دیگر از قبیل مزد اوباشان و تقسیم میان چند نفر حجت الاسلام از خدا بیخبر برای ویرانی بنیان مجلس مقدس شورای ملی برسانند. به شرح زیر: 1. نشان و تمثال‌های شخصی اعلیحضرت 5000 تومان. 2. زر و زیور اعلیحضرت ملکه جهان داخل پرانتز ملکه ایران 20,000 تومان. 3. 3 تسبیح مروارید 20,300 تومان. 4. 3 یا 4 قطعه جواهر دیگر 15,000 تومان. جمع 60,300 تومان. بنا به نوشته نوایی، تظاهرات میدان توپخانه کودتای ناقصی بود از طرف محمد علی شاه که با شرکت شیخ فضل الله نوری، میرزا ابوطالب زنجانی و شیخ محمد آملی تدارک و اجرا شد. در این زمان محمد علی شاه به این نتیجه رسید که یگانه چاره ریشه‌کن کردن نهضت مشروطیت تنها اقدام به یک کودتای فوری است و قاطبی روحانیون ضد مشروطیت نیز نظر او را در این باره تایید و به وی قوله حمایت دادند. اما در آخرین لحظه قبل از کودتا بدون مشورت با آنها از تصمیم خود منصرف شد. هنگامی که طرح کودتای محمد علی شاه برای سرکوب کردن انقلاب مشروطیت و نقش شیخ فضل الله نوری در تحریک محمد علی شاه به کودتای مذکور و روابط وی با مزدوران خائن شاه فاش شد، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و دوستانش او را تکفیر و تقبیح نمودند و موقتاً او را رسوا و بدنام کردند. بعد از 6 ماه محمد علی شاه مجدداً تصمیم به قلع و قمع نهضت پارلمانتاریسم و تخریب مجلس کرد. در این زمان میرزا هاشم، میرزا حسن مجتهد و ملتزمینش به تبریز مراجعت و کلیه آخوندهای تبریز را به طرف استبداد طلبان تبلیغ و متمایل کردند و سپس نهضتی به نام انجمن اسلامی تشکیل دادند. انجمن مذکور بلافاصله پس از تشکیل
اعلامیه‌هایی مبنی بر وجوب جهاد صادر و اعلام داشت چون رافضین به عنوان طرفداری از قانون اساسی و پارلمانتاریسم در صدد نابودی اسلام هستند، بر همه مسلمانان واجب است که به منظور دفاع از دین خود برای جهاد آماده شوند. انجمن دیگری نیز به نام انجمن آل محمد به وسیله و به رهبری آقا ابوالقاسم طباطبایی فرزند یکی از مجتهدین مشروطه طلب تشکیل و شعار خود را آل محمد مشروطه نمی‌خواهد اعلام داشت. پس از تشکیل انجمن مذکور، شیخ فضلالله نوری بلافاصله حمایت خود را از آنان اعلام کرد. در این لحظه که محمد علی شاه با تصمیم قاطع در صدد ریشه‌کن کردن مشروطه طلبان و تخریب مجلس شورای ملی برآمده بود، از میرزا ابوطالب زنجانی خواست به وسیله استخاره تعیین کند که آیا حمله به مجلس و نابود کردن آن صلاح است یا نه. میرزا ابوطالب زنجانی در این باره به استخاره پرداخت و نتیجه استخاره را به این شرح به محمد علی شاه اعلام داشت: در این باره اقدام جایز و اگرچه ممکن است در بد و امر ناراحتی‌ها و آشوب‌هایی به طور موقت به وجود آید، ولی پیروزی نهایی حتم و مسلم است. با اطلاع از نتیجه استخاره مذکور، محمد علی شاه روز 23 جمادی الاول سال 1326 مجلس را به توپ بست. در سالهای 1325 و 1326 کتابی به وسیله ناظم الاسلام کرمانی، یکی از روحانیون متعصب و از طرفداران سرسخت پارلمانتاریسم به رشته تحریر درآمده است که ذکر اختلاف متون آن در قسمت‌های اول و دوم جالب توجه خاص و بلکه حیرت انگیز به نظر می‌رسد. به این شرح که در قسمت اول کتاب که در ماه ربیع الاول 1325 به رشته تحریر درآمده، مؤلف دم از آزادی‌خواهی و طرفداری از قانون اساسی میزند. اما در این زمان تألیف کتاب مذکور متوقف و در ماه جمادی الثانی سال 1326 اندک زمانی قبل از به توپ بستن مجلس، مؤلف به نوشتن قسمت دوم کتاب میپردازد. در قسمت دوم کتاب ناظم الاسلام کرمانی، شور طرفداری از پارلمانتاریسم را در شرح مطالب به کلی از دست داده و از نهضت آزادیخواهی به عنوان یک ایدئولوژی غیر لازم و هرج و مرج طلب نام میبرد که به وسیله تحصیل کرده های نامسلمان پایه‌گذاری شده و هدفش برهم زدن نظام اجتماعی و ایجاد آشوب و ناامنی و هرج و مرج است. در این زمان ناظم الاسلام کرمانی به طور صریح اظهار عقیده کرده است که قریباً امام غایب ظهور خواهد کرد. ناظم الاسلام کرمانی از جمادی الثانی سال 1346 به بعد به کرات در کتاب مذکور می‌نویسد: مشروطه در جامعه مسلمان ایران نمی‌تواند جایی داشته باشد و همه افراد مردم با مشروطیت مخالف بوده و نسبت به آن بدبین هستند. در نیمه جمادی الثانی 1327 در حالی که امام جمعه های تهران و خوی در کنار محمد علی شاه قرار گرفته بودند، وی اعلام داشت که مجلس را به مناسبت نگهداری اسلام تعطیل کرده و در زمان مناسب مجددا آن را خواهد گشود. ناظم الاسلام کرمانی با توجه به مشی فکریش در این زمان نوشته است که این اقدام ناصواب بود و شاه نباید دست به چنین عملی میزد. اما در شوال سال 1326 نویسنده از اقدام محمد علی شاه در به توپ بستن مجلس طرفداری و می نویسد: در شهر تهران که 300,000 نفر جمعیت دارد، به زحمت می توان تعداد 1000 نفر طرفدار مشروطه پیدا کرد. در جمادی الثانی 1326 شاه کالسکه سلطنتی اش را فرستاد که شیخ فضلالله نوری را به قصر سلطنتی بیاورد. نوری با جلال و شکوه خاصی وارد قصر محمد علی شاه شد و اعلام داشت که به جای مشروطیت باید مشروطه مشروعه و یک مجلس محدود به وجود آمده و از ایجاد هرج و مرج جلوگیری شود. پرسش شایان بحثی که در اینجا پیش می آید آن است که در حالی که مجتهدان درجه اول و از جمله شیخ فضلالله نوری برای نابود کردن نهضت مشروطه با محمد علی شاه و دستگاه فاسدش دست اتحاد در یکدیگر قفل کرده و متحدان از تمام امکانات خود برای جلوگیری از حکومت قانون اساسی تلاش می‌کردند، چگونه است که رژیم آیت الله خمینی نه تنها نسبت به کلیه سلاطین ایران بلکه نسبت به کلمه شاه این گونه تنفر و معاندت می‌ورزد و دستور می‌دهد کلمه شاه و کلیه مشتقات آن از فرهنگ ایران حذف و حتی اقدام به سوزانیدن شاهنامه فردوسی می‌کند. این پرسش مخصوصاً هنگامی جلب توجه می‌کند که می‌بینیم آیت الله العظمی خمینی به کرات در سخنان خود شخصیت شیخ فضلالله نوری را که تاریخ از او به نام مرتجع ترین افراد خائن به ملت یاد کرده ستایش می‌کند. برای اولین مرتبه به او و آیت الله بهشتی عنوان شهید مظلوم می‌دهد و اقدامات ضد ملی شیخ فضلالله نوری را در مخالفت با ایجاد مشروطیت تایید می‌کند. مجله کاوه چاپ مونیخ از قول حجت الاسلام سید مهدی شریفی همشاگردی آیت الله خمینی می‌نویسد:
روح الله خمینی شیفته شیخ فضلالله نوری که با بانو هاجر مادرش نسبت خانوادگی داشت بود. روح الله خمینی تعریف می‌کرد پدرش را دهقانان خمین به بهانه بریدن آب از کشتزارهایشان کشتند. پس از قتل شیخ فضلالله نوری، بانو هاجر برایش مراسم سوگواری برگزار کرد و تا موقعی که درگذشت همه ساله این مراسم در منزلشان برپا می‌شد. حجت الاسلام سید مهدی شریفی اظهار می‌داشت که حتی شیخ مهدی پسر شیخ فضلالله نوری جسد پدرش را به خاطر خیانت‌هایی که کرده بود تحویل نگرفت و لذا بانو هاجر مادر آقای خمینی آن را تحویل گرفت و در زمینی در جوار مرقد حضرت معصومه او را دفن کرد و برایش به طور مفصل مراسم سوم، هفتم و چهلم برگزار کرد. موقعی که خمینی در قم تحصیل و زندگی می‌کرد، هر ماه به دیدار شیخ فضلالله نوری می‌رفت. به هر حال پاسخ پرسش مورد نظر را باید در سیاست کشورداری آیت الله خمینی پیدا کرد. ایشان به کرات نسبت به ایران، ایرانی، ناسیونالیسم ایرانی، ملیت و جغرافی ایران روی تنفر نشان داده و از اسلام و مصالح اسلام سخن رانده‌اند. مسلمان بودن و اسلام خواهی زیربنای فکری و عقیدتی هر ایرانی غیور و وطنخواهی را تشکیل می‌دهد، ولی موضوع آن است که برای آخوندها اسلام به غیر از تأمین منافع طبقاتی و شخصی آنها مفهوم دیگری ندارد. مگر نبود که آیت الله خمینی قبل از سقوط رژیم شاه به طوری که قبلا ذکر شد در هنگام اقامت در پاریس به کرات اظهار داشت که ما روحانیون داعیه حکومت و شور دخالت در سیاست نداریم و پس از سقوط شاه دولت به دست سیاستمدارانی که صلاحیت حکومت داشته باشند سپرده خواهد شد و روحانیون به وظایف مذهبی خود اشتغال خواهند ورزید. اما اکنون می‌بینیم که ریاست به اصطلاح جمهوری کشور را نیز یک آخوند در دست گرفته و آخوندها در تمام شؤون سیاسی، اجتماعی، اداری و نظامی کشور رخنه کرده و میزهای صدارت، وکالت، ریاست، قضاوت و مدیریت جانشین منبرهای مساجد شده اند. دروغ و دروغگویی از هیچ طبقه و صنفی در فرهنگ ملت‌ها بعید به نظر نمی‌رسد، ولی فرض است که روحانیون کلیه ادیان مختلف، مخصوصاً دین مبین اسلام که ما پیامبرش را خاتم النبیین و دینش را اشرف و برحق‌ترین ادیان می‌دانیم، قدس روحانیت خود را حذف کرده و خیشتن را از دروغگویی، نیرنگ و خدعه و مخصوصاً عوام فریبی برکنار دارند. ولی وای بر ما ایرانیان که روحانیونمان با این آزمایش ننگین داغ سیاه به ایمان ما زدند. هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به وقتی که بگندد نمک و یا به اصطلاح خود طلاب علوم دینی اذا فسد العالم فسد العالم. علی ای حال روز بعد از اینکه محمد علی شاه و شیخ فضلالله نوری در مقر سلطنتی با یکدیگر درباره ایجاد مشروطه مشروعه به جای مشروطیت و به وجود آوردن یک مجلس محدود برای جلوگیری از هرج و مرج توافق کردند، یعنی در ماه جمادی الثانی 1326 که شیخ فضلالله مبارزه ضد پارلمانتاریسمش را در اوج موفقیت میدید، اعلامیه‌ای صادر و کلیه روزنامه‌نویس‌ها را ضد دین قلمداد کرد و آنها را تکفیر نمود. در اواسط ماه رجب وی همچنین به تکفیر مرعجی از مشروطه طلبان ساکن نجف پرداخت و در ذی‌قعده 1327 تکفیر قبلی‌اش را نسبت به آخوند خراسانی تکرار کرد. در ماه شوال 1326 نوری صراحتاً حکومت مشروعه‌ای را که از آن دم می‌زد و می‌خواست به جای حکومت پارلمانتاریسم به وجود آید مورد تفسیر قرار داد. یک هفته بعد از تاریخی که محمد علی شاه برای گشایش مجلس تعیین کرده بود، وی بر اساس اینکه نوری در اعلامیه‌اش قانون اساسی را مخالف اسلام قلمداد کرده و انتخابات مجلس را منافی با مقررات شرع اسلام دانسته است، قول خود را مسترد و از گشایش مجلس انصراف حاصل کرد. سپس شیخ فضلالله نوری که به وسیله امام جمعه تهران و عنداللزوم نیز از طرف سید ریحان الله حمایت میشد، در شوال 1326 تلگرام‌هایی به ایالت مخابره و اعلام داشت که به جای مجلس شورای ملی مجلسی به نام مجلس دارالشورای کبری با 50 عضو داخل پرانتز که البته همه اعضای آن دستچین شده بودند گشایش خواهد یافت. موفقیت مرتجعانه شیخ فضلالله نوری در تضعیف پارلمانتاریسم و مشروطیت نه تنها عوامل ملی و آزادیخواه ایرانی را به شدت برآشفت، بلکه در بین گروهی از مجتهدین درجه اول نیز مقاومت‌ها و ناراحتی‌هایی ایجاد کرد. همزمان با سرخوردگی مجتهدین درجه اول از اقدامات ضد آزادیخواهی نوری، انقلاب جوانان ترک موج تازه‌ای از احساسات آزادیخواهانه در ایران به وجود آورد.
و مجموع این عوامل نیروی تازه‌ای برای مبارزه با استبداد در آزادیخواهان و طرفداران ایرانی قانون اساسی در استانبول و نجف ایجاد نمود. در ذی‌قعده سال 1326 صدرالعلما و افجهی از مجتهدین معروف تهران تحت تأثیر موج تازه‌ای که در استانبول و نجف به منظور مبارزه با استبداد از طرف ایرانیان آزادیخواه ایجاد شده بود، به سفارت عثمانی پناهنده و در آنجا تحصن اختیار کردند. نکته بسیار جالبی که در این زمان در تهران اتفاق افتاد، تحصن سید علی آقایزدی در حرم حضرت عبدالعظیم بود. شرح موضوع بدین قرار است که سید علی آقایزدی در تظاهرات ننگین توپخانه شرکت کرده و بدین مناسبت محمد علی شاه قول داده بود به وی مبلغ معینی پول پرداخت کند. ولی چون هنوز تا آن زمان محمد علی شاه قرض خود را بابت خدماتی که سید علی آقایزدی در تظاهرات توپخانه کرده بود به وی نپرداخته بود، نامبرده علم مخالفت بر ضد شاه برافراشت و وی نیز در حرم عبدالعظیم بست نشست. شیخ فضلالله نوری بلافاصله در صدد جلوگیری از موج تازه مخالفتی که بر ضد سیستم مشروعه پیشنهادیش آغاز شده بود برآمد و قول داد تا جان در بدن دارد با ایجاد مشروطیت و حکومت پارلمانتاریسم مخالفت و از تحقق آن جلوگیری خواهد کرد. اقدامات و فعالیت‌های او در این زمینه واقعاً قاطع و مؤثر بود و به علاوه چون خود او آخوند و جزء طبقه روحانیون به شمار می‌رفت، می‌دانست با چه شیوه و تدبیری با افراد طبقه روحانی عمل و آنها را به مشی فکری خود راغب سازد. بدین ترتیب شیخ فضلالله نوری در این گیر و دار مجددا فعالیت‌های همه‌جانبه‌ای بر ضد موج تازه مشروطه طلبی آغاز و به طوری که ناظم الاسلام کرمانی می‌نویسد موفق شد وضع را به کلی به نفع محمد علی شاه و ضد پارلمانتاریست‌ها و به ضرر مشروطه طلبان تغییر دهد. اما البته باید توجه داشت که موفقیت شیخ فضلالله نوری در پیشگیری از رشد تازه نهضت مشروطه طلبان کوتاه مدت بود، زیرا در این زمان اوضاع و احوال خاصی به نفع آزادیخواهان ایجاد شده بود که کنترل آنها از دست نوری خارج بود. در ماه ذی‌قعده 1327 نهضت مشروطه طلبی در ایران به اوج خود رسید. اوضاع به شدت آشفته شد و نوری از توطئه قتلی که بر ضد وی تدارک شده بود جان سالم به در برد، اما به شدت زخمی شد. در رشت و مشهد نیز مبارزات آزادیخواهی مشروطه طلبان اوج گرفت و این دو شهر تقریباً از کنترل حکومت مستبد شاه خارج و اصفهان به دست بختیاری‌های طرفدار مشروطیت سقوط کرد. در نتیجه اوضاع و احوال مذکور، روحانیون طرفدار قانون اساسی مقیم در نجف اعلامیه‌ای صادر و ضمن آن به پیروان خود اعلام داشتند که از پرداخت مالیات به دولت خودداری کنند. این موضوع مورد مخالفت سید کاظم یزدی که از مخالفان سرسخت مشروطیت بود قرار گرفت و وی به مردم توصیه کرد به آن وقعی نگذارند. اما چون نفع سیاسی و مادی مردم هر دو در اجرای اعلامیه نجف بود، طبعاً توصیه سید کاظم یزدی را رد کردند. هنگامی که مبارزات آزادیخواهی و ضد استبداد در تهران و ایالات به درجه غیرقابل کنترل رسید و تقریباً کلیه طبقات مردم را علیرغم مخالفت روحانیون در بر گرفت، گروهی از روحانیون که تشخیص دادند قادر به کنترل اوضاع و احوال نیستند، بلافاصله چهره خود را تغییر و به طرفداری از مشروطه طلبان و آزادیخواهان برخاستند. شرح موضوع بدین قرار است که قبلا آقا ابوالقاسم طباطبایی موافقت کرده بود در ازای دریافت مبلغ معینی پول نقد با صدرالعلما تماس حاصل کرده و وی را قانع سازد که از تحصن سفارت عثمانی در تهران خارج شود. ولی در ذی‌قعده 1327 در نتیجه پیش آمد اوضاع و احوال تازه‌ای که حاکی از افق موفقیت آزادیخواهان بود، از این کار منصرف و اگرچه مبلغی به مراتب بیش از آنچه که خود برای انجام این امر تقاضا کرده بود به وی پیشنهاد شد، ولی نامبرده از انجام این مأموریت خودداری ورزید. اما تغییر قطعی و اساسی در موضع مشروطه خواهان و استبداد طلبان و مبارزات آنها بر ضد یکدیگر در ماه‌های صفر و ربیع الاول سال 1327 به ظهور رسید. بدین شرح که در این زمان آقا ابوالقاسم طباطبایی به سعدالدوله نخست وزیر وقت اعلام داشت که مردم تصمیم گرفته‌اند سیستم مشروطیت و پارلمانتاریسم را مجددا زنده کنند و هر نوع کوششی در راه مخالفت با خواستهای مردم و خنثی کردن اهداف ملی آنها بیفایده است. تغییر وضع نیروهای آزادیخواهان و استبداد طلبان و موفقیت مشروطه طلبان بر مرتجعین استبداد طلب در این زمان همچنین باعث شد که سید ریحان الله که نزدیکترین همکار شیخ فضلالله نوری در مخالفت با آزادیخواهان مشروطه طلب به شمار می‌رفت و زیر تلگرام‌های او را امضا می‌کرد، در ماه ربیع الاول سال 1327 به طور ناگهانی به حرم حضرت عبدالعظیم وارد و به روحانیونی که در حرم مذکور بست نشسته بودند بپیوندد. سپس به منظور پاک کردن چهره سیاسی خود از
از داغ ننگی که قبلا به علت همکاری با شیخ فضلالله نوری به آن زده شده بود فتوایی صادر و از مجلس طرفداری کرد. میرزا مصطفی آشتیانی نیز به تابعیت از آخوندهایی که چهره خود را تغییر و به طرفداری از مشروطه طلبان پرداخته بودند وارد حرم حضرت عبدالعظیم شد و در آنجا تحصن اختیار کرد. یکی از فرزندان نوری به نام شیخ مهدی که از مشروطه طلبان حمایت می‌کرد به طور علنی اقدامات پدرش را در مخالفت با آزادیخواهان تقبیح کرد و نوری که تمام وجودش به ننگ و رسوایی کشیده شده و اقدامات مذبوحانه اش در مخالفت با مشروطیت به بنبست رسیده بود، اعلام داشت که ریختن خون میرزا مصطفی آشتیانی به علت بست نشستن در حرم حضرت عبدالعظیم مباح و بدین وسیله دستور قتل وی را صادر نمود. در ربیع الثانی 1327 کار به جایی رسید که امام جمعه تهران نیز به پیروی از محمد علی شاه موافقت خود را با نهضت مشروطه خواهی اعلام داشتند. به دنبال اقدام مذکور حکم اخراج شیخ فضلالله نوری از تهران به وسیله شاه صادر، اما به مورد اجرا در نیامد و لغو گردید. بنا به نوشته ناظم الاسلام کرمانی، در این زمان تنها گروهی از مردم بی اطلاع و ملاهای احمق به مخالفت با پارلمانتاریسم و مشروطیت ادامه میدادند. در ماه جمادی الاول 1327 محمد علی شاه در زمانی که خیلی دیر شده بود به طرفداران قانون اساسی تسلیم و علیرغم نیات شیخ فضلالله نوری قول داد که طرح شیخ فضلالله نوری را مبنی بر ایجاد یک شبه مجلس با وظایف و اختیارات محدود زیر پا بگذارد و با ایجاد یک پارلمان به مفهوم واقعی موافقت کند. در 27 ماه جمادی الثانی 1327 محمد علی شاه که واقعیت چهره ضد مردمی خود را به خوبی در جریان انقلاب مشروطیت نشان داده بود، از سلطنت خلع گردید. پس از پیروزی آزادیخواهان و گشایش مجلس شورای ملی، ملاهای ضد مشروطیت یا خود را مخفی کردند و یا آن گروه از ملاهایی که فرصت شناسی کرده و چهره سیاسی خود را در موقع مناسب تغییر داده بودند پناهنده و در منازل آنها پنهان گردیدند. میرزا مسعود شیخ الاسلام قزوین، حاج خمامی مجتهد رشت و پیروانش، شیخ احمد فومنی و بحرالعلمای رشتی به وسیله مشروطه خواهان دستگیر و به قتل رسیدند. میرزا هاشم مجتهد تبریز دستگیر و اعدام شد. ادوارد براون می‌نویسد هنگام اعدام میرزا هاشم مبلغ 1000 پوند پول نقد از جیب‌های وی کشف شد که دولت آن را ضبط کرد. اگر این مبلغ به تومان محاسبه شود در حدود 30,000 تومان خواهد شد که داشتن 30,000 تومان پول نقد در آن زمان یعنی در حدود 70 سال پیش بسیار قابل توجه است. کسروی نیز می‌نویسد میرزا هاشم مجتهد تبریز صندوق اعانه ای را که در اختیارش بود مال شخصی میپنداشت. با کنسول روس محرمانه ملاقات میکرد. خود به تنهایی به دیدن ولیعهد میرفت و با او گفتگو مینمود و در برابر گرفتن پول از ولیعهد به او قول داده بود که جنبش مشروطیت را خاموش سازد. هنگامی که به گفته‌های کسروی درباره این مجتهد توجه میکنیم، داشتن مبلغ 30,000 تومان پول نقد در جیب‌های وی عجیب به نظر نمیآمد. ملا قربان علی مجتهد زنجان نیز دستگیر و به مناسبت کبر سن موافقت شد از زنجان تبعید شود، ولی نامبرده در راه زنجان به محل تبعید درگذشت. شیخ فضلالله نوری نیز دستگیر و پس از محاکمه در رجب سال 1327 به دار مجازات آویخته شد. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران. نویسنده دکتر مسعود انصاری. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 5. تحلیلی از دخالت سیاسی روحانیون در وقایع انقلاب مشروطیت. شیخ فضلالله نوری قبل از اینکه بر چوبه دار آویزان شود اظهار داشت: نه من مرتجع بودم و نه اینکه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی طرفدار قانون اساسی بودند، فقط موضوع این بود که آنها کوشش داشتند مرا از میدان بدر کنند و من جهد می‌ورزیدم آنان را بی‌اعتبار سازم و صرف نظر از این واقعیت هیچ موضوعی که به ارتجاع و یا قانون اساسی مربوط می‌شود در میان نبود. آخرین کلماتی که نوری قبل از مرگ درباره رقابت‌های شخصیش با 2 نفر از روحانیون طرفدار قانون اساسی بیان کرد، خواه راست خواه نادرست، مؤید یک واقعیت غیرقابل انکار است.
واقعیت مذکور عبارت از این است که اختلاف عقیده بین 3 نفر از مجتهدین تهران درباره قانون اساسی و مشروطیت در واقع فرع بر منافع صنفی و طبقاتی آنها بود. به عبارت دیگر، آنها صرفاً طرفدار و یا مخالف ایدئولوژی پارلمانتاریسم نبودند، بلکه عده‌ای از آنها نفع طبقاتی و شخصی خود را در ایجاد مشروطیت و گروه دیگری مصلحت طبقاتی و شخصی خود را در ادامه حکومت استبداد می‌دیدند. بنابراین طرفداری و یا مخالفت با قانون اساسی برای روحانیون در واقع جنبه‌های ملی، میهنی و یا مردمی نداشت، بلکه برخلاف احزاب سیاسی که هدفشان واقعاً ایجاد آزادی‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی برای مردم بود، روحانیون موافق و مخالف مشروطیت آینده را از دریچه منافع صنفی، طبقاتی و شخصی خود بررسی و ارزشیابی می‌کردند. افراد طبقه روحانی نه تنها در بحران انقلاب مشروطیت در سالهای 1325 و 1326 که به 2 گروه طرفدار و ضد مشروطیت تقسیم شده بودند، بلکه در اختلافاتی نیز که در سالهای 1323 تا 1324 با دولت قاجار پیدا کردند، یکپارچگی و وحدت خود را حفظ کرده و در واقع هدف نهایی آنها از مبارزاتی که می‌کردند تأمین منافع طبقاتی و شخصی خودشان بود، نه در نظر گرفتن منافع افراد مردم و یا کشور. دلیل ادعای بالا آن است که زمانی که میرزا حسن مجتهد تبریز در جریان انقلاب مشروطیت به علت مخالفت با قانون اساسی از شهر تبریز اخراج شد، نه تنها شیخ فضلالله نوری از اخراج وی برآشفت، بلکه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی نیز از اخراج میرزا حسن از تبریز به شدت آزرده شدند و نهایت کوشش را برای برگردانیدن او به تبریز به عمل آوردند. نکته جالب در این واقعه آن بود که حتی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و دوستانش نیز که در شهر نجف از قانون اساسی و مشروطیت جانبداری می‌کردند، گویند با اخراج میرزا حسن مجتهد تبریز از شهر مخالفت ورزیدند. در ماه ربیع الثانی 1326 سرانجام سید عبدالله بهبهانی موفق شد وسایل بازگشت میرزا حسن مجتهد تبریز را به شهر فراهم آورد. نکته که جالب‌تر از همه آن که سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی که از سرداران انقلاب مشروطیت ایران در تاریخ به شما رفته‌اند، برای خنثی کردن اثر قتل امین‌السلطان که چون به وسیله روحانیون حمایت می‌شد، قتلش داغ ننگ به جامعه روحانیت زده بود، وسایل بازگشت با شکوه شیخ فضلالله نوری را از حرم حضرت عبدالعظیم به تهران فراهم و آخوند خراسانی نیز که از طرفداران به نام مشروطیت بود، برای جلوگیری از اعدام نوری کوشش فراوانی به کار برد، ولی مؤثر نیفتاد. دلیل دیگر مبنی بر اینکه روحانیون در جریان انقلاب مشروطیت مصالح ملی و میهنی را فرع بر منافع طبقاتی خود قرار داده بودند این است که در بحبوحه فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت جزوه‌هایی به امضای بهایی‌های ایران در طرفداری از مشروطه طلبان به امضا رسید و بعد معلوم شد که جزوه‌های مذکور به وسیله سید محمد کاظم یزدی تهیه و با امضای جعلی بهایی‌ها منتشر شده است. هنگامی که موضوع مذکور فاش شد، مشروطه طلبان به شدت بر ضد سید محمد کاظم یزدی برآشفتند، اما روحانیون طرفدار قانون اساسی نامبرده را تحت حمایت خود قرار دادند و وی را از هر گزندی مسئول نگه داشتند. در سالهای 1327 الی 1326 که مجدداً حکومت استبداد به ایران اعاده شد، هیچ اختلافی بین 2 گروه روحانیون موافق و مخالف مشروطیت مشاهده نگردید. ولی البته اغلب بعضی از روحانیون از یکی از اقطاب موافق و یا مخالف پارلمانتاریسم به قطب دیگر تغییر جهت می‌دادند، کما اینکه برادر و فرزند سید محمد طباطبایی و همچنین سید احمد بهبهانی که به اتفاق شیخ فضلالله نوری متحد شده بود که تا جان در بدن دارد از ایجاد مشروطه جلوگیری کند، به گروه ضد مشروطیت پیوستند. مهمتر از همه، هنگامی که محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، سید محمد طباطبایی تلگرام تبریکی مبنی بر سقوط محمد علی شاه و اعاده قانون اساسی به گروهی از شخصیت‌های مذهبی از جمله سید علی آقایزدی و سید ریحان الله، 2 نفر از روحانیون فرصت طلب و سرسخت‌ترین حامیان شیخ فضلالله نوری که به محض مشاهده آثار سقوط حکومت استبداد به گروه مشروطه خواهان پیوسته بودند، مخابره کرد.
با توجه به نکات مذکور معلوم می شود منافع ملی و میهنی به زعم روحانیون در منافع طبقاتی و شخصی آنها قرار دارد. به طور خلاصه می توان گفت که طرز فکر سیاسی روحانیون بر اساس نهاد یک ناسیونالیسم مذهبی قرار داشت که متضمن مصالح صنفی و طبقاتی و منافع فردی و شخصی آنها بود. حال اگر منافع شخصی و مادی روحانیون را در این بحث کنار بگذاریم، یگانه عاملی که آنها را به طرفداری از مشروطیت و قانون اساسی سوق داد، منافع احتمالی رژیم پارلمانتاریسم برای اسلام بوده است. بنابراین آن گروه از روحانیونی که پارلمانتاریسم را برای حفظ دژ اسلام در برابر امپریالیسم اروپایی مفید تشخیص دادند، از قانون اساسی و مشروطیت حمایت نمودند. و برعکس گروه عظیمی از آخوندهای طراز اول که قانون اساسی را عامل و علت عمده هرج و مرج و به مخاطره افتادن اسلام و جامعه مسلمان تشخیص دادند، به مشروطه طلبان پشت کرده و حمایت از استبداد طلبان را بر عهده گرفتند. برای عده‌ای از مجتهدین ضد مشروطیت، مخصوصا سید محمد کاظم یزدی، مرجع تقلید نجف، و ملا قربان علی، مجتهد زنجان که برای مدت زمانی از دخالت در سیاست خودداری کردند، هدف کمال مطلوب و بزرگترین محرک برای پیوستن به گروه استبداد طلب این بود که به منظور حفظ اسلام به صورت موجود که مالاً به حفظ منافع طبقاتی آنها منجر می‌شد، بر ضد عوامل مشروطه طلب علم مخالفت برافراشند. اما این افراد در جریان انقلاب مشروطیت دنباله‌روی سایر مقامات مذهبی بودند و در رهبری فعالیت‌های ضد مشروطه نقشی نداشتند. برای روحانیونی که رهبری فعالیت‌های ضد مشروطیت را بر عهده داشتند و اکثریت روحانیونی که از استبداد طرفداری می‌کردند، علاوه بر هدف کمال مطلوب و محرک مذکور در بالا، هدف دیگری نیز وجود داشت و آن مزایای قضایی آنها بود که در دادگاه‌های شرع بر عهده داشتند و به مناسبت آنها مزایای قضایی فراوانی به دست می‌آوردند. در بعضی موارد منافع اقتصادی علما و روحانیون درجه اول که از ملاک عمده و ثروتمند به شمار می‌رفتند، نقش مهمی در مخالفت آنها با مشروطه طلبان ایفا می‌نمود. دلیل اینکه تبلیغات شیخ فضلالله نوری به آسانی اذهان همه روحانیون را تسخیر کرد و در شکل دادن به مشی فکری آنها در مخالفت با پارلمانتاریسم مؤثر افتاد آن بود که مخالفت او با پارلمانتاریسم بر پایه اصول و موارد زیر طرح‌ریزی و استوار شده بود: حفظ سنت‌های مذهبی به منظور ادامه نفوذ روحانیون در کلیه شؤون اجتماعی، ملی و سیاسی کشور به وسیله سنت‌های مذکور، نگهداری قدرت‌ها و مزایای قضایی برای روحانیون از راه قضاوت در محاکم شرع و تأمین منافع شخصی آنها. بدیهی است که هر یک از اصول مذکور به تنهایی می‌توانست قرآن شخصی روحانیون محسوب شود و بنابراین همه آنها با ایمان کامل از آنها تبعیت می‌کردند. اگرچه رویه سرسخت و آشتی‌ناپذیر شیخ فضلالله نوری در مخالفت با پارلمانتاریسم در زمان استبداد صغیر با خلع محمد علی شاه از سلطنت محکوم به فنا بود، مع هذا برنامه حکومت مشروطه مشروعه، او که قبل از بازگشت استبداد طرح‌ریزی کرده بود، مورد موافقت قاطبه روحانیون و حتی اکثریت عظیمی از علما و آخوندهایی که طرفدار مشروطیت و قانون اساسی بودند قرار گرفت. البته باید توجه داشت که گروهی از علمای طرفدار قانون اساسی نسبت به عنوان مشروطه مشروعه به علت مخالفت عمومی مردم زیاد روی موافق نشان نمیدادند، ولی مع هذا با کلیه جزئیات اصول آن که در واقع مبتنی بر موارد مذکور در بالا و حفظ منافع طبقاتی و شخصی آنها بود موافق بودند. به طور خلاصه میتوان گفت که قاطبه علما و روحانیون طرفدار قانون اساسی و پارلمانتاریسم با کلیه اصول پیشنهاد شده به وسیله شیخ فضلالله نوری چه در تئوری و چه در عمل به طور کامل موافق بودند. اولین رساله‌ای که در طرفداری از مشروطیت به قلم یکی از روحانیون به نام عمادالعلمای خلخالی تحت عنوان رساله منای مشروطه در ماه شوال 1325 به رشته تحریر درآمده و گویا نتوانسته است از نفوذ افکار شیخ فضلالله نوری برکنار بماند، حاکی است که مجلس محدودی باید به وجود آید و وظیفه‌اش صرفاً قانونگذاری در امور غیر دینی باشد. درباره قوه قضاییه و سازمان آن، نویسنده اظهار عقیده می‌کند که وظایف قضایی عدلیه باید محدود به عرفیت بوده و اختیارات قضایی باید بدون هیچ تغییری منحصراً در اختیار روحانیون باقی بماند.
در شرح وظایف مطبوعات، نویسنده رساله معتقد است که به منظور حفظ و رعایت مصالح اسلام، کلیه مطبوعات باید تحت کنترل و نظارت مقامات مذهبی و روحانیون قرار بگیرند. سایر رساله‌ها و نوشته‌هایی که به وسیله علما و روحانیون طرفدار قانون اساسی و مشروطیت نوشته و منتشر شده نیز عیناً به اصول مذکور اشاره و گویاً از آنها طرفداری کرده‌اند. برخلاف قانون اساسی، اغلب کشورهای اروپای غربی که مذهب را به کلی از عرف و سیاست تفکیک نموده‌اند، در قانون متمم وجود مذهب رسمی در کشور، داخل پرانتز شیعه اثنا عشری و لزوم حضور حداقل 5 نفر از مجتهدین جامع الشرایط در جلسات مجلس شورای ملی تأکید شده و حتی رأی و نظر ناظرین شرع را در مجلس برای کلیه نمایندگان لازم الاجرا و مطاع و متبع دانسته است. صرف نظر از موارد تئوریک که بحث آن در بالا آمد، از نظر عملی نیز نحوه رفتار و کردار سیاسی روحانیون طرفدار مشروطیت عیناً با آنچه که شیخ فضلالله نوری طرح‌ریزی کرده بود مطابقت داشت. قسمت آخر اصل دوم متمم قانون اساسی عیناً همان هدفی را تعقیب می‌کند که نوری آن را طرح کرده بود و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سایر روحانیون طرفدار مشروطیت به طور کامل از آن پشتیبانی و با اصرار آن را به تصویب رسانیدند. همچنین آخوند خراسانی از طرفداران پروپاگورس مشروطیت موفق شد اصل زیر را با اصرار در متمم قانون اساسی به تصویب برساند. مقرر است که در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی نمایند. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و قرعه‌ای نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. همچنین آخوند خراسانی یکی از طرفداران پروپاگورس مشروطیت موفق شد یکی از اصولی را که مورد نظر شیخ فضلالله نوری بود ولی نام برده در تصویب آن توفیقی حاصل نکرد در اصل 20 متمم قانون اساسی بگنجاند. مهمتر از کلیه نکات مذکور مخالفت روحانیون طرفدار قانون اساسی با اصلاحات قضایی بود. حتی سید عبدالله بهبهانی که از او به عنوان یکی از 2 مهمترین رهبر روحانی و حتی ملی انقلاب مشروطیت در تاریخ ایران نام برده شده است، با ایجاد هر نوع اصلاحی در سیستم قضایی ایران سرسختانه مخالفت می‌ورزید و سرانجام در رجب سال 1325 هنگامی که با گلوله تهدید به مرگ شد موافقت کرد که درباره اصلاحات سیستم قضایی اصولی در متمم قانون اساسی پیش بینی شود. و اما نکته جالبتر آن است که هنگامی که سرانجام لایحه اصلاح سیستم قضایی در ماه ربیع الثانی 1326 برای آخرین شور مورد بحث آخرین جلسات دوره اول مجلس شورای ملی قرار گرفت، طرفداران اصلاح سیستم قضایی یعنی حاجی یحیی دولت‌آبادی و مخبرالسلطنه هدایت به وسیله سید عبدالله بهبهانی و صدرالعلما که او نیز یکی دیگر از مجتهدین پروپاگورس طرفداران قانون اساسی بود، تکفیر شدند. عقاید شیخ فضلالله نوری درباره وضع مدنی اقلیت‌های مذهبی و مخالفت‌های او با تساوی حقوق اقلیت‌های مذهبی با مسلمانان نیز در دوره اول مجلس شورای ملی در اعضای روحانی مجلس انعکاسات چشمگیری داشت. اگرچه ذکر این نکته ممکن است حیرت خوانندگان عزیز را برانگیزد، ولی بر طبق ذکر مقالات معتبری که نویسندگان آن در قید حیات هستند و نویسندگی این کتاب به دلایل امنیتی از ذکر نام آنها خودداری می‌کند، پس از اعدام نوری وظیفه مخالفت با پارلمانتاریسم و ایجاد حکومت غیر مذهبی به وسیله سید عبدالله بهبهانی به منصه ظهور و اجرا رسید. پس از کودتای جمادی الثانی 1327 و فتح تهران به وسیله سپهدار، به غیر از مدت کوتاهی در سال 1329 که ذکر آن ذیلاً خواهد آمد، روحانیون به کلی از شرکت در حکومت پارلمانی رانده و محروم شدند. ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که بر طبق نوشته حائری، سید عبدالله بهبهانی که از قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت معروف شده است، قبل از مقتول شدن در رجب 1328 در صدد بود با پشتیبانی علمای نجف مبارزات گسترده‌ای را بر ضد مشروطیت و یا به اصطلاح خودش غربی‌های ضد دین آغاز نماید.
مهازا در سال 1329 با تجاوز و حمله روسیه به ایران، روحانیون مجدداً در صحنه سیاست ظاهر و با استفاده از فرمول قدیمی خود مبنی بر حفظ سنگر اسلام در صدد تحکیم قدرت خود برآمدند. در این جریان سید محمد کاظم یزدی که از مخالفان سرسخت قانون اساسی بود، شیرازی که در همه احوال بی‌طرفی اختیار کرده بود و آخوند خراسانی که جزو روحانیون طرفدار مشروطیت داخل پرانتز ولی با نهادهای مخصوصی که قبلا ذکر آنها گذشت محسوب میشد، با یکدیگر ائتلاف کردند و علمای نجف نیز اعلام داشتند که برای حفظ سنگر اسلام به صحنه سیاست باز خواهند گشت. ولی نه تنها هیچ اشاره‌ای به طرفداری از حکومت پارلمانتاریسم نکردند، بلکه برعکس آخوند خراسانی اگرچه با عنوان مشروطه مشروعه شیخ فضلالله نوری موافق نبود، مهازا اعلام داشت برای اصلاح حکومت پارلمانتاریسم و محدود کردن آن تا آنجایی که به طور کامل با اصول مشروطه مشروعه انطباق یابد، کوشش‌های لازم به عمل خواهد آورد. بدرالدین کتابی می‌نویسد: الفت به کرات در نوشته‌هایش ذکر کرده است آخوند خراسانی هنگام عزیمت به تهران اظهار داشت میروم آن خری را که بالای بام برده ام پایین بیاورم. اما آخوند خراسانی در هنگامی که برای انجام برنامه خود قصد عزیمت به تهران را داشت، به طور ناگهانی درگذشت و طرح او که در واقع برهم زدن اساس مشروطیت بود بدون اجرا ماند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که حتی آن عده انگشت شمار از آخوندهایی نیز که قبلا با مشروطیت، آن هم با فرمول مخصوص خودشان مبنی بر ایجاد یک شبه مجلس با اختیارات محدود موافقت کرده بودند، سرانجام با آخوندهای ضد مشروطه پیوستند و تصمیم به نابود کردن بنیان مشروطیت و مجلس شورای ملی گرفتند. بنابراین به طوری که الفت می‌نویسد، دوره دخالت مجتهدین اطباء در امور داخلی ایران که با واقعه تنباکو شروع شده بود، با مرگ آخوند خراسانی به پایان رسید. پس از تحکیم مبانی حکومت پارلمانتاریسم در ایران، علما و روحانیونی که از اجرای طرح‌های خود مبتنی بر جلوگیری از اجرای قانون اساسی و ایجاد مشروطیت نامیده شده بودند، برتری دادند به جای ادامه مبارزات سیاسی به منظور نابود کردن مشروطیت و پیشبرد اهداف طبقاتی و منافع شخصی خویش از سیاست کناره‌گیری و منتظر فرصت بمانند. رابرت گراهام می‌نویسد: از زمانی که قانون اساسی در ایران به وجود آمد، ملاهایی که با مشروطیت مخالف بودند، پیوسته انتظار می‌کشیدند تا بنیاد قانون اساسی که منافع آنها را محدود کرده بود براندازند. پس از اینکه رضا شاه روی کار آمد، اختیارات بی‌حد حصری را که آخوندها در زمان قاجاریه برای خود کسب کرده بودند محدود کرد و در دهه سالهای 1310 شمسی به بعد بلندپروازی‌های ملاها را سرکوب و جراحت التیام ناپذیری بر روح جاه طلبی آنها وارد کرد. در سال 1320 شمسی پس از شروع جنگ دوم جهانی و جلوس محمد رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت، مجدداً آخوندها وارد میدان سیاست شدند. محمد رضا شاه که در کشورهای دموکراسی اروپای غربی تحصیل کرده و در سن جوانی وارث سلطنت ایران شده بود، در ابتدای سلطنت داعیه دموکراسی داشت و لذا برعکس پدرش که روزخوانی و سینه‌زنی و تعزیه‌خوانی و حتی استفاده از لباس اونیفرم ملایی را برای آخوندها قدغن کرده بود، وی مجدداً به ملاها آزادی داد تا کار و حرفه خود را از سر بگیرند. آخوندها دوباره آزادی یافتند تا به تجدید و تقویت سازمان‌های مذهبی خود بپردازند و از نو وجود خالی خود را در عرصه بازی‌های سیاسی و قدرت طلبی‌های اجتماعی پر کنند. علت اینکه روحانیون در وقایع ملی شدن نفت ایران داخل پرانتز 1329 الی 1332 به طور مستقیم دخالتی نکردند، آن بود که در آن زمان دکتر مصدق به عنوان یک رهبر ملی و ضد امپریالیست در ایران ظهور کرده و افکار و اقداماتش مورد تایید قاطبه مردم کشور قرار داشته. بنابراین وجود دکتر مصدق به عنوان یک رهبر ملی ضد امپریالیست به روحانیون اجازه نداد تا به عنوان نایب امام غایب به منظور حمایت از منافع ملت شیعه وارد ماجرای سیاست شوند. معهازا به طوری که می‌دانیم سید ابوالقاسم کاشانی، مجتهد معروف تهران، ابتدا به عنوان حمایت از دکتر مصدق وارد فعالیت‌های سیاسی روس شد، ولی به زودی به رهبر ملی پشت کرد و به مخالفت با او برخاست. پشت کردن سید ابوالقاسم کاشانی به دکتر مصدق شباهت تاریخی قابل توجهی با مخالفت شیخ فضلالله نوری با مشروطه خواهان دارد، زیرا همانطور که آیت الله خمینی به شیخ فضلالله نوری لقب شهید مظلوم داد و اقدامات ضد ملی او را در مخالفت با مشروطه خواهان بارها مورد تایید قرار داد، همانطور نیز از سید ابوالقاسم کاشانی تجلیل کرد و امروز می‌بینیم که عکس کاشانی روی تمبرهای پستی دولتی ایران چاپ شده است.
مجله اشپیگل از پرتیراژترین مجلات آلمان غربی و از معتبرترین نشریه‌های جهان می‌نویسد خمینی نه تنها با نهضت ملی مصدق هیچ نوع همکاری به عمل نیاورد، بلکه بعد از سقوط رژیم شاه با متمرکز کردن فکر مردم روی ضدیت با شاه و رژیم او کوشش کرد اذهان مردم را از دکتر مصدق پاک کند و مصدقیسم را به کلی از یاد مردم ببرد و نهضت ملی او را در بین مردم خاموش سازد. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران. نویسنده دکتر مسعود انصاری. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل ششم. انقلاب سال 1357 و چگونگی به قدرت رسیدن ملایان. پس از واقعه سال 1357 و سقوط رژیم سلطنتی در ایران، ده‌ها نشریه فارسی و غیر فارسی در خارج از کشور منتشر و ضمن شرح جزئیات فعل و انفعالات واقعه مذکور، چهره واقعی انقلاب سال 57 را تجزیه و تحلیل و عموماً آن را محصول مکانیسم سیاست آمریکا و انگلستان و اشتباه بزرگ سیاسی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا دانسته‌اند. بعضی از این نشریه‌ها پا را فراتر گذاشته و مخصوصاً با توجه به دیکتاتوری وحشت‌آور و مخوفی که پس از سقوط رژیم اتوکراسی پهلوی در ایران به وجود آمد، حتی به تجزیه و تحلیل آخوندیسم از نظر روانی پرداخته و به ویژه گروهی نیز جزئیات بیوگرافی زندگی خصوصی آیت الله خمینی را از بدو طفولیت مورد کاوش‌های عمیق روانی قرار داده و خونریزی‌های کم سابقه ای را که در حال حاضر در ایران جریان دارد، بر اساس اصل معروف ایدئولوژی پیوسته تابع روانشناسی افراد مردم قرار می‌گیرد، محصول کیفیت خاص روانی ایشان و وقایعی که در طول 80 سال عمر بر وی گذشته است می‌دانند. اما به طوری که خوانندگان این کتاب توجه فرموده اند، نویسنده این تحقیق پیوسته سعی کرده است مطالب کتاب را از نشریات اصیل و معتبر دنیا جمع‌آوری و مطلقاً از استناد به نشریات و مطالبی که یا ناشناس و غیر معتبر بوده و یا امکان احتمال اغراض و نظرات شخصی در آنها میرفته است، خودداری ورزیده است. به همین دلیل به منظور شرح عوامل مؤثر در انقلاب سال 57 و نقش آخوندها در واقعه مذکور، نویسنده ابتدا به تحقیقی که مجله بسیار معروف و معتبر پولیتکس تودی در این باره به عمل آورده است استناد می‌کند. به طوری که قبلا ذکر شد، وقایع چند سال آخر قبل از سقوط رژیم سلطنتی و نارضایتی عمومی مردم از اوضاع آن زمان به آخوندها که سختگیری‌های دوره رضاشاه نسبت به ملاگری جراحاتی سهمگین در اعماق روانشان نشانده بود و همچنین اقدام محمد رضا شاه پهلوی در محروم کردن آنها از درآمد اوقاف به شدت مزایای طبقاتی و اجتماعی آنها را به خطر انداخته بود، یک فرصت طلایی داد تا بار دیگر با استفاده از ایمان مذهبی مردم غافل و مسجد و منبر به احیای مزایای طبقاتی و اجتماعی خود بپردازند. مجله معروف پولیتکس تودی در شماره‌های مارس و آوریل سال 1980 خود می‌نویسد از سال 1953 تا 1977 سازمان CIA میلیون‌ها دلار به طور مرتب به آیت الله‌ها و ملاهای ایران پرداخت می‌کرد تا بدین وسیله همکاری آنها را نسبت به رژیم شاه جلب و آنان را از هر نوع مخالفتی با رژیم مذکور باز دارد. در سال 1977 کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، با وجود مخالفت شدید CIA که معتقد بود اگر پرداخت پول به آیت الله‌ها و ملاهای ایران متوقف شود، آنها باعث اضمحلال رژیم شاه خواهند شد، دستور داد از پرداخت پول به آیت الله‌ها و ملاهای ایران خودداری شود. عدم ادامه پرداخت پول به علما و روحانیون و قطع درآمد آنها از اوقاف آنها را در برابر رژیم شاه شورانید و سرانجام منجر به وقایع فوریه سال 1978 و سقوط رژیم سلطنتی در ایران شد. بر طبق نوشته مجله مذکور، اصرار پرداخت پول به آیت الله‌ها و ملاهای ایران و فعل و انفعالاتی که منجر به سقوط رژیم شاه شد به وسیله 6 نفر از کارمندان و تحلیلگران CIA که در تهران فعالیت داشتند و همچنین اعضای مربوط به وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید رئیس جمهوری آمریکا فاش شده است.
منابع مذکور اعلام داشتند که پرداخت پول به وسیله CIA به آخوندهای ایرانی از ماه آگوست سال 1953 آغاز شد. دکتر محمد مصدق که 2 سال قبل از تاریخ مذکور نخست وزیری ایران را بر عهده داشت، با رهبری اقداماتی که منجر به ملی شدن نفت شد، باعث شده بود که شاه ایران را ترک کند. با توجه به اینکه سیاست آمریکا ایجاب می‌کرد که شاه در ایران در قدرت باقی بماند، لذا کرمیت روزولت، نویء تئودور روزولت، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، از طرف CIA مأموریت یافت شاه را به ایران و به قدرت بازگرداند و این برنامه با کمال موفقیت انجام و تاج و تخت سلطنتی مجدداً به شاه اعاده گردید. در کتابی که اخیراً تحت عنوان ارتش‌های جهل به وسیله ویلیام ری کورسون درباره تاریخ معاصر سیستم اطلاعاتی آمریکا انتشار یافته است، مؤلف می‌نویسد کرمیت روزولت مبلغ 20 میلیون دلار به منظور برگزاری یک تظاهرات 6000 نفری به نفع شاه و همچنین جلب حمایت آخوندها از اقدام مذکور در تهران هزینه نمود. یکی از مشاوران کنگره اخیراً اعلام داشته است کسی در ایران بدون جلب موافقت مساجد نمی‌تواند حکومت کند. پس از مراجعت شاه به ایران برای مدت 10 سال CIA به طور محرمانه با آخوندهای ایران رشوه میداد و مقامات مذهبی ایران با پولی که از CIA دریافت می‌کردند کم و بیش سکوت اختیار کرده و اقدام حادی بر ضد رژیم شاه به عمل نمی‌آوردند. سپس در سال 1963 شاه ضمن اجرای برنامه انقلاب سفید قسمت عمده اراضی متعلق به مساجد را ملی اعلام کرد و بدین وسیله منبع مهمی از درآمد اصلی ملاها را از بین برد. از طرف دیگر وی دستور داد درآمد اوقاف که تا آن زمان در اختیار ملاها قرار می‌گرفت در اختیار دولت گذاشته شود. این دو اقدام اصلاحی شاه مخالفت روحانیون را برانگیخت و تظاهرات دامنه‌داری به رهبری آیت الله خمینی بر ضد شاه صورت گرفت که ارتش شاه آنها را در هم کوبید و سبب تبعید خمینی از ایران گردید. سپس شاه به منظور جلب رضایت آخوندها دستور داد به جای منافع و مزایایی که از آنها سلب شده بود، یک حقوق مرتب دولتی برای آنها اختصاص داده شود. با برقراری مقرری مذکور، آخوندها آرام گرفتند و برای مدت 13 سال وضع ایران آرام بود. در سال 1976 شاه که از قدرت ویرانگر آخوندها در هنگامی که منافع و مزایای طبقاتی و شخصی آنها به خطر می‌افتاد غافل شده بود، دستور داد مقرری‌های دولتی که در سال 1963 برای آخوندها اختصاص داده شده بود قطع گردد. در خلال طول مدت مذکور CIA پیوسته به طور مرتب مقرری‌های آخوندها را به آنها پرداخت می‌کرد. جمع مبلغ مذکور را به یقین نمی‌توان حد زد. یکی از منابع مطلع پولهای پرداختی به آخوندها را در سال بالغ بر 400 میلیون دلار تخمین زده است، اما بعضی از محافل وابسته به CIA با توجه به اینکه مبلغ مذکور در حدود 10 الی 20% مجموع بودجه سالیانه CIA میباشد، چنین رقمی را دور از واقعیت میپندارند. پاره‌ای از منابع مطلع ایرانی نیز اختصاص چنین رقم هنگفتی را به آخوندها خالی از حقیقت میدانند. به هر حال آنچه که یقین و مسلم است، CIA از سال 1953 به بعد به طور مرتب به آیت الله ها و آخوندهای ایرانی پول پرداخت می‌کرده و پول مذکور در سراسر کشور بین ملاها توزیع می‌شده است. در سراسر ایران تعداد 200,000 آخوند وجود دارد که پایین‌ترین درجه مذهبی آن ملای ساده محلی بوده و بالاترین مقام آن آیت الله میباشد. ملاها برای خود دارای سازمان مذهبی گسترده‌ای در تمام کشور میباشند و پولهایی که از منابع مختلف از قبیل شاه، مردم، CIA و سایر منابع داخلی و خارجی برای آنها اختصاص داده میشد، به وسیله سازمان مذکور بین آنها در سراسر کشور توزیع میگردید. مجله پولیتیکس تودی می نویسد از یک مقام مطلع ایرانی سوال کرده است چرا مساجد ایران پول آمریکا را قبول می کردند؟ مقام مذکور پاسخ داده است کمک دولت‌های خارجی به مساجد یک سابقه 300 ساله دارد که از زمان ورود انگلیسی‌ها به هندوستان و تشکیل کمپانی هند شرقی آغاز می شود و این اقدام مستند به مدارک و مآخذ معتبر می باشد. محمود محمود، مؤلف 9 جلد تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 در جلد 6 می‌نویسد انگلیسی‌ها از آغاز قرن 19 یعنی پس از سفر اول سر جان مالکوم نمایندگی اعزامی انگلستان به دربار فتح علی شاه چنین احساس کردند که غیر از هیئت حاکمه خائن در ایران نیروی دیگری هم وجود دارد
که اهمیت آن از لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب کمتر از هیئت حاکمه نیست. بنابراین چون علما و روحانیون مذهب تشیع فوق‌العاده در عامه مردم ایران نفوذ دارند، کاری باید کرد که از نفوذ آنان نیز نسبت به خود استفاده کرده و غیر مستقیم آنها را در دست داشت و آلت دست خود قرار داد. این بود که چندین فقره اعتباراتی به عنوان موقوفات ترتیب دادند که ظاهر آن مشروع و عواید آنها مورد استقبال علمای مقیم کربلا و نجف قرار گرفت. پول هند تا سال 1318 هر 3 ماه به 3 ماه یعنی 15,000 روپیه سهم نجف و 15,000 روپیه سهم کربلا به توسط کنسول انگلیس مقیم کربلا که مدتی محمد حسن خان کابلی بود تقسیم می‌گردید تا اینکه در سنه 1318 قمری کلونل نیومارچ به سمت ژنرال کنسول انگلیس در بغداد تعیین گردید و ترتیب پرداخت پول هند به کلی به هم خورد. بدین معنی که کنسول جدید نظر به مقتضیات زمان کلمه مجتهدان را اینطور معنی نمود که مجتهدان تصنیه عربی نیست بلکه جمع فارسی است، یعنی مجتهدها، و به جای اینکه پول به 1 مجتهد در کربلا و 1 مجتهد در نجف پرداخت شود، باید پول را به 10 نفر مجتهد مقیم نجف و 10 نفر مجتهد مقیم کربلا به عنوان مقسم وجوه هند اختصاص داد و به هر یک از آنان در ماه 500 روپیه پرداخت. ضمناً همچون میرزا علی نقی طباطبایی و برادرش حاج سید ابوالقاسم حجت طباطبایی مقسمین مقیم کربلا فوت کرده بودند، به تحریک حضرات بین 2 پسر عمو یعنی میرزا جعفر پسر میرزا علی نقی و سید محمد باقر پسر حجت برای گرفتن پول هند مدت‌ها نزاع بود، تا اینکه بالاخره پس از اقدامات بسیار کنسول انگلیس در بغداد هر 2 نفر را در گرفتن پول هند شریک و سهیم نمود و مجدداً در زمره دعاگویان وارد شدند. 10 نفر مجتهدی که در نجف ماهی 500 روپیه از بابت پول هند از انگلیسی ها می گرفتند، اسامی آنها به قرار زیر است: 1. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، 2. شیخ عبدالله مازندرانی، 3. شیخ ابوالحسن شیخ رازی از خانواده حاج شیخ جعفر شوشتری، 4. شریعت اصفهانی، 5. شیخ محمد مهدی کشمیری، 6. شیخ مهدی ابن شیخ اسدالله، 7. شیخ حسن پسر شیخ محمد حسن صاحب جواهر، 8. سید محمد بحرالعلوم پسر سید علی بحرالعلوم، 9. سید ابوتراب خانساری، 10. سید ابوالقاسم اشکوری. و اسامی 10 نفر مجتهدی که در کربلا ماهی 500 روپیه به عنوان مقسم از انگلیسی ها از بابت پول هند می گرفتند: 1. شیخ حسین پسر شیخ زین العابدین مازندرانی، 2. مولوی سید کلب باقر هندی، 3. سید مرتضی هندی معروف به واحد العین، 4. سید ثبت حسین، 5. سید محمد کاشانی، 6. سید محمد باقر طباطبایی پسر حجت، 7. سید جعفر پسر سید علی نقی طباطبایی، 8. شیخ هادی اصفهانی، 9. سید محمد باقر بهبهانی، 10. شیخ علی بفرویی یزدی. پس از فوت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در سنه 1330 باز دوباره ترتیب مقسمین دهگانه نجف و کربلا به کلی تغییر کرد و تبدیل به کمیته گردید. باز هم در اطراف کلمه مجتهدان تعبیرات و تفسیرهای زیادی به عمل آمد که نظر واقف این است که موقوف علیهم باید علماء مجاورین مقیم کربلا و نجف باشد و بعد از مدتی که به این طرز عمل میشد گفته شد که باید علما و مجاورین باشد، نه علمای مجاورین، و پس از چندی فقرا اهل علم و پس از آن موقوف علیهم را فقرا و اهل علم تفسیر و عمل کردند. بعد از اینکه شاه در سال 1976 دستور داد حقوق و مقرری آخوندها قطع شود، پولی که CIA در اختیار ملاها قرار میداد قسمت اعظم نیاز آنها را تأمین می‌کرد. مجله پلیتکس تودی می‌نویسد در اوایل سال 1977 پس از اینکه کارتر به ریاست جمهوری آمریکا منصوب گردید، بر طبق نوشته روزنامه پرتیراژ و معروف واشنگتن پست دستور داد مبلغ 10 میلیون دلاری که سالیانه به علت خدمات اطلاعاتی اردن هاشمی به آمریکا در اختیار ملک حسین قرار می گرفت قطع گردد. البته وجه مذکور را ملک حسین در اختیار سران عشایر و ایلات قرار میداد و بدین وسیله حمایت آنها را به خود جلب می‌کرد. کارتر با پرداخت باج به دولت‌های خارجی به شدت مخالف بود و به محض تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری دستور داد وجوه مذکور و هر نوع پول دیگری که در اختیار دولت‌های خارجی قرار می‌گرفته است فوراً متوقف شود. پس از صدور دستور مذکور، مقامات CIA به کارتر توضیح دادند که از سال 1953 مقامات مذهبی ایران نیز به طور مرتب از CIA وجوهی دریافت می‌دارند و هرگاه پرداخت پول به آیت الله‌ها و ملاهای ایرانی متوقف شود، آنها بر ضد رژیم شاه
به مخالفت خواهند پرداخت. کارتر در اجرای دستور خود پافشاری کرد و در نتیجه پولی که برای مدت 25 سال به طور مرتب به وسیله CIA با آخوندها و ملاهای ایرانی پرداخت میشد متوقف گردید. مجله مذکور می‌نویسد صدور دستور کارتر در قطع پرداخت پول به پادشاه اردن و آخوندهای ایرانی می‌تواند دارای یکی از این دو علت باشد: یکی سادگی و بی‌تجربگی کارتر در امور و مسائل بین‌المللی و دوم اطلاع او از نارضایی عموم مردم از رژیم شاه. کارتر پس از انتخاب ریاست جمهوری ویلیام سالیوان را که قبلا سفیر آمریکا در لاوس و فیلیپین بود به جای ریچارد هولمز رئیس سابق CIA و سفیر منتخب نیکسون به ایران اعزام داشت. پس از اینکه سالیوان وارد تهران شد، بر طبق گفته محافل مطلع وزارت خارجه آمریکا و CIA گزارشی برای کاخ سفید ارسال و ضمن آن اعلام داشت که رژیم شاه در ایران بسیار بی‌ثبات بوده و در هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود. یکی از افراد وابسته به CIA میگوید خبر مربوط به رشوه آمریکا به اردن با گزارش ویلیام سالیوان مقارن شد و سپس دو عامل مذکور با روح شرافتمندی خاصی که کارتر در موقع مبارزات انتخاباتی قول داده بود در امور سیاسی به کار ببرد توأم شد و لذا در نتیجه کارتر دستور داد پرداخت رشوه به ملایان ایران متوقف شود و با این عمل مخالفت آخوندها را بر ضد شاه تشدید و زمینه را برای سقوط رژیم او فراهم کرد. البته باید توجه داشت که قطع پرداخت پول از طرف CIA به ملایان ایران تنها عامل و یا به عبارت دیگر بزرگترین محرک فعالیت‌های ضد شاه در سالهای 1977 و 1978 در ایران نبود، بلکه قطع مقرری دولتی ملاها از طرف شاه در سال 1976 نیز عامل بسیار مهمی در مخالفت ملایان بر ضد شاه و شورانیدن مردم بر ضد رژیم او به شمار می‌رود. قطع مقرری دولتی آخوندها از طرف شاه با توقف پول پرداختی از طرف CIA همزمان شد و باعث گردید که ملاها برای بقای منافع و مزایای خیش بر ضد رژیم شاه قیام و مردم را نیز به قول خودشان دعوت به همکاری دینی در برانداختن رژیم ضد اسلام شاه بکنند. مجله پولیتکس تودی می‌نویسد کارتر آنقدر در امور سیاسی ساده‌لو نبود که نتواند بفهمد با صدور دستور قطع پرداخت پول به ملایان چه تحولی در ایران به وجود خواهد آورد، بلکه نه تنها این اقدام را به منزله آماده کردن زمینه جهت سقوط رژیم شاه به عمل آورد، حتی در لحظاتی که در نوامبر سال 1977 در هنگام دیدار شاه از او در واشنگتن جام خود را به سلامتی وی می‌نوشید و همچنین در هنگامی که در آخرین لحظات قبل از سقوط رژیم شاه از وی طرفداری می‌کرد، به خوبی از کیفیت اقدام خود آگاه بود. مجله واشنگتن کوارترلی در مقاله جامعی که تحت عنوان کارتر و سقوط شاه منتشر کرده می‌نویسد برژنسکی مشاور امنیتی کاخ سفید به خوبی می‌دانست که روزهای رژیم شاه به شماره افتاده و برای او حمایت بی‌دریغی در واشنگتن وجود ندارد. در حقیقت در همان روزها وزارت خارجه آمریکا مشغول تهیه تلگرافی برای سالیوان سفیر آمریکا در ایران بود که از او می‌خواست به شاه بگوید زمینه انتقال قدرت را به عناصر ائتلافی غیر نظامی باید فراهم آورد. عقیده مقامات وزارت خارجه دوره مفید بودن شاه به سر رسیده بود. سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا و سایر مقامات وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که وجود شاه در ایران منشأ مشکلات این کشور بوده و یا باید از نقش و اهمیت او در صحنه سیاسی ایران کاسته شده و یا آنکه او باید به کلی از سلطنت کنار گذاشته شود. در واقع در این زمان شاه تمام توجه خود را به سیاست کاخ سفید معطوف کرده و کوشش می‌کرد برای توجیه موضع آینده‌اش از برنامه سیاسی آمریکا در ایران آگاه شود، اما در کاخ سفید برنامه مشخصی برای آینده ایران وجود نداشت. کارتر در باطن و در عین حال با دودلی به ادامه حکومت شاه در ایران تمایلی نداشت و احتمالاً به این نتیجه رسیده بود که تنها نیرویی که می‌تواند در ایران در برابر شوروی مقاومت کند یک اسلام افراطی است. برژنسکی و سایروس ونس به شدت با یکدیگر درباره ایران اختلاف نظر داشتند و هنری برشت متصدی قسمت ایران در وزارت خارجه آمریکا یک دیپلمات آمریکایی ضد شاه و شدیداً مورد تنفر برژنسکی بود. طبیعی است که برژنسکی کوشش می‌کرد عمل سرنوشت سازی برای ایران را از اختیار وزارت خارجه بیرون بیاورد و رژیم شاه را از خطر سقوط نجات دهد، ولی سایروس ونس و برشت شاه را یک مهره حرکت داده شده می‌دانستند، در حالی که در جریان سرنوشت سازی برای کشورهای جهان سوم به وسیله قدرت‌های بزرگ کلیه تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های مسئولان امر تا سالها بعد محرمانه می‌ماند، ولی به قول مجله واشنگتن کوارترلی به علت بی‌کفایتی مسئولان
مخالفان کاخ سفید هر تصمیم و یا اقدامی که روزانه به وسیله کاخ سفید اتخاذ میشد، روز بعد در جراید و مخصوصاً روزنامه نیویورک تایمز انتشار می‌یافت. به همین علت روز 7 دسامبر 1978 روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که درباره خطر دخالت شوروی در اوضاع سیاسی ایران بین مقامات دولت کارتر اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. روز 9 دسامبر برنارد گورتزمن نویسنده روزنامه نیویورک تایمز نوشت: مقامات رسمی آمریکا به این عقیده رسیده‌اند که آینده شاه در ایران مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. اکنون پرسش مهمی که درباره ایران برای مقامات مذکور مطرح است آن است که آیا مخالفان شاه موافقت خواهند کرد یک حکومت غیر نظامی با وجود شاه در ایران به وجود بیاید یا نه؟ در اوایل سال 1979 هنگامی که شاه از دکتر شاپور بختیار برای تشکیل یک دولت غیر نظامی در ایران دعوت به عمل آورد، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: مقامات وزارت خارجه آمریکا تردید دارند که دولت بختیار بتواند بحران کنونی ایران را حل نماید. سرانجام روز 16 ژانویه 1979 هنگامی که شاه ایران را ترک کرد، سالیوان صراحتاً به وی اظهار داشت دولت آمریکا معتقد است که زمان حکومت او در ایران به پایان رسیده است. انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر در شرح حال خود نوشته است: شاه به وی اظهار داشته است در روزهای آخر اقامتش در تهران سالیوان وی را برای ترک ایران در فشار گذاشته و مصرراً به وی میگفته است هر روزی که او ایران را ترک کند بهتر از روز بعد است. شاه نیز خود در مقاله‌ای که در دسامبر سال 1979 در مجله ناو تحت عنوان چگونه آمریکا حکومت مرا ساقط کرد نوشت: به وضوح شرح داد که سقوط رژیم او و روی کار آمدن ملایان در ایران به وسیله کارتر رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. بر طبق نوشته مجله واشنگتن کوارترلی در پاییز و زمستان سال 1978 فرح دیبا همسر شاه که با روزالین کارتر همسر کارتر مکاتبه خصوصی داشت به شاه اطلاع داد نامه‌ای از روزالین کارتر دریافت داشته است مبنی بر اینکه دولت آمریکا با تمام قوا از شاه حمایت خواهد کرد و از این نظر شاه هیچ نگرانی نباید داشته باشد. این موضوع باعث دلگرمی شاه شد و لذا تصمیم گرفت برای اینکه به مخالفانش در واشنگتن زیادتر بهانه ندهد به رعایت اصول حقوق بشر در ایران بیشتر توجه نماید و به همین سبب به ماموران انتظامی دستور داد در برابر مردم خشونت زیاد به خرج ندهند. در اوایل ماه دسامبر 1978 یکی دیگر از دیپلمات‌های معروف آمریکایی برای کمک به تئوری‌هایی که جهت آینده ایران در دست مطالعه بود به گروه دیپلمات‌های سرنوشت‌ساز آمریکایی برای ایران افزوده شد. این شخص جورج بال، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد، سفیر اسبق آمریکا در شوروی و مؤلف مشهور کتب و مقالات زیادی درباره امور بین‌المللی بود. بلومنتال وزیر خزانه‌داری آمریکا به کارتر پیشنهاد کرد که جورج بال اوضاع و احوال ایران را مورد بررسی قرار دهد و طرحی برای آینده ایران تهیه و ارائه کند. پیشنهاد بلومنتال مورد موافقت کارتر قرار گرفت و جورج بال که از مخالفان سرسخت شاه بود و او را دیوی پلید مینامید به گروه مأموران وزارت خارجه آمریکا که همه ضد شاه بودند پیوست. جورج بال به زودی طرحی برای ایران تهیه و ارائه کرد. جورج بال معتقد بود که شاه باید از قدرت ساقط شود و با شتاب هرچه تمامتر یک حکومت موقتی بر پایه قانون اساسی سال 1906 زیر نظر یک شورای مرکزی از سیاستمداران خوشنام ایران به وجود آید. وی معتقد بود تنها افرادی که صلاحیت حکومت مذکور را داشتند پیروان و نزدیکان دکتر مصدق بودند که در آن زمان سنین بین 70 الی 80 سالگی را طی می‌کردند. اما طرح جورج بال مورد موافقت کارتر قرار نگرفت. سالیوان سفیر آمریکا در تهران چون در جریان طرح جورج بال قرار نداشت نتوانست در این باره به شاه اطلاعی بدهد و لذا شاه آخرین روزهایش را با دلخوشی خبری که روزالین کارتر به همسرش نوشته بود می‌گذرانید. تظاهرات عمومی روز به روز با تحریک ملایان در سراسر کشور اوج بیشتری می‌گرفت و شاه به دلخوشی اقدام آمریکا زمستانش را در بیهوشی می‌گذرانید و مأموران ارتش به دستور او تا آنجایی که برایشان امکان وجود داشت مردم را در تظاهرات آزاد گذاشته بودند. در حالی که با توجه به نکات مذکور در واشنگتن کلیه تصمیمات و اقدامات مقامات آمریکایی در جهت روی کار آوردن ملایان هماهنگ می‌شد، در لندن نیز دولت کالاهان که آخرین روزهای عمرش را می‌گذرانید و قبلا با کارتر درباره آینده ایران هماهنگی کرده و چه بسا طرح روی کار آوردن ملایان را خود به کارتر تلقین کرده بود، از هیچ اقدامی برای ساقط کردن رژیم شاه و تقویت جبهه ملایان فروگذاری نمی‌کرد. این کتاب گنجایش هدف‌های سیاسی و اقتصادی دولت انگلستان را برای ساقط کردن رژیم شاه و روی کار آوردن آخوندها ندارد.
ولی همینقدر کافی است اشاره شود که دولت انگلستان در تمام طول تاریخ برای تحقق برنامه‌های استعماریش پیوسته ملایان شیعه را به عنوان دوستی صمیمی و مورد اعتماد در کنار داشته و همیشه آنها را آلت و وسیله رسیدن به هدف‌های سیاسیش قرار داده است. آنچه که محمود در تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 درباره پرداخت مقرری مرتب به آخوندها نوشته، تنها نمونه ناچیزی از استفاده سیاست انگلیس از آخوندها میباشد. به هر حال در زمانی که آمریکا کلیه امکانات را برای وارد کردن خمینی به تهران مطالعه و مقدمات آن را فراهم می‌کرد، رادیوی BBC به صورت سخنگوی غیررسمی خمینی درآمده بود و تظاهر کنندگان ضد شاه از اعلامیه‌هایی که وی برای شورانیدن آنها بر ضد رژیم دکتر بختیار صادر می‌کرد به وسیله رادیو BBC آگاه می‌شدند. در آن روزها بیشتر ایرانی‌ها و مخصوصاً مخالفان شاه با خود یک رادیوی ترانزیستوری حمل و در زمانی که رادیوی BBC به پخش برنامه فارسی می‌پرداخت، تقریباً کلیه رادیوها برای اطلاع از اوضاع و احوال سیاسی روی موج BBC کار می‌کرد. نویسنده: در حدود 1 ماه قبل از انقلاب در تهران بودم و روزی از یک کارگر دهاتی ساده ساختمان که درباره اخبار BBC صحبت می‌کرد سوال کردم آیا او می‌داند مرکز پخش اخبار BBC کجاست و وی در حالی که با پاسخش نویسنده را غرق بهت و تعجب کرد گفت BBC مرکز رادیوی آقا داخل پرانتز منظور خمینی در فرانسه است. در اواسط ماه دسامبر سناتور رابرت برد، رهبر اکثریت سنا که دامادش ایرانی است، مأمور شد به ایران مسافرتی به عمل آورد و ضمن مذاکره با شاه اوضاع و احوال ایران را بررسی نماید. برد در مراجعت اظهار داشت که وضع ایران بسیار وخیم است و شاه هیچ تمایلی به اتخاذ تصمیم برای اقدامات شدید بر ضد مخالفانش ندارد. و اما شلسینگر، وزیر نیروی آمریکا که در اواخر ماه نوامبر وارد مذاکرات مربوط به سرنوشت آینده ایران شده بود، عقیده داشت برژنسکی خودش شخصاً باید از طرف پرزیدنت کارتر به تهران برود و اوضاع و احوال را به نفع شاه یکسره کند. برژنسکی که طبیعتاً با اصل چنین فکری موافق بود، به کارتر پیشنهاد کرد که شلسینگر خودش این مأموریت را بر عهده بگیرد. اما کارتر چند روز بعد به وی اطلاع داد تصمیم گرفته است ژنرال رابرت هایزر معاون فرماندهی نیروهای ناتو را از اشتوتگارت به این مأموریت گسیل دارد. از بطن آنچه که شرح داده شد به طور طبیعی این نتیجه منطقی حاصل می شود که طرز فکر کارتر پیرامون سقوط شاه دور می زد و لذا هر تصمیمی که او درباره وضع ایران اتخاذ می کرد در این مسیر قرار داشت. بنابراین مأموریت هایزر با آنچه که برژنسکی و شلسینگر در سر داشتند متفاوت بود. به هر حال در زمانی که شاه در پیرو پیشنهاد سالیوان قصد ترک ایران را داشت، هایزر روز 3 ژانویه 1979 وارد تهران شد. مأموریت هایزر بهت و تعجب ژنرال‌های ایرانی را برانگیخت، زیرا آنها فکر می‌کردند آمریکا برای ایران طرح معینی دارد و متوقع بودند هایزر حامل آن طرح باشد. اما با کمال شگفتی متوجه شدند که هایزر تنها برای تشویق آنها به حمایت از بختیار وارد تهران شده است. واشنگتن کوارتلی می‌نویسد ژنرال‌های ایرانی اوضاع و احوال وخیم ایران را برای ژنرال هایزر تجزیه و تحلیل و به وی اطلاع دادند که ارتشبد قره‌باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران و سپهبد فردوست، دوست صمیمی شاه، از قرار معلوم به حمایت از مله‌ها برخاستند. به علاوه آنها از هایزر تقاضا کردند خواست آنها را به کاخ سفید مخابره و پاسخ آنها را به وی اعلام دارد. 3 مورد مذکور عبارت بودند از: 1. با آیت الله خمینی اجازه ورود به ایران داده نشود. 2. پخش اخبار تحریک‌آمیز BBC متوقف شود. 3. از انتشار اعلامیه‌های خمینی که باعث تجری افراد مردم می‌شود خودداری گردد. هایزر 3 مورد تقاضای مذکور ژنرال‌های تراز اول ایران را به وسیله پنتاگون به کاخ سفید مخابره کرد، ولی پاسخی در قبال آنها دریافت نکرد و لذا نتوانست به ژنرال‌های ایرانی نیز در این باره پاسخی بدهد. اما هایزر صراحتاً به ژنرال‌ها قول داد که آمریکا هیچگاه اجازه نخواهد داد به دولت بختیار و یا تأسیسات نظامی حمله شود و به محض مشاهده هر اقدامی مبنی بر تجاوز به تأسیسات نظامی و یا در مخاطره افتادن جان ژنرال‌ها به وسیله تظاهر کنندگان، آمریکا به فوریت برای رفع خطر اقدامات لازم به عمل خواهد آورد. به علاوه هایزر گاه و بیگاه در ملاقاتی که با ژنرال‌های ایرانی داشت به طور مبهم و پوشیده به آنها توصیه می‌کرد که باید برای پیشگیری از ایجاد هر نوع هرج و مرج یک شبکه امنیتی نظامی در ایران به وجود بیاید، ولی درباره جزئیات چنین طرحی و یا نحوه اجرای آن هیچگاه صحبتی به میان نیاورد.
ژنرال هایزر از روز 4 ژانویه تا 3 فوریه 1979 مجموعاً مدت 7 بار با ژنرال‌های ایرانی ملاقات و به آنها اظهار داشت که اگر به فکر کودتا بیفتند آمریکا پاهای آنها را از زانو قطع خواهد کرد. مجله واشنگتن کوارترلی هدف اصلی مأموریت هایزر را جلب پشتیبانی ژنرال‌های ایرانی از حکومت دکتر بختیار ذکر کرده است. مجله دیسنت از نشریات معروف آمریکا می‌نویسد در ژانویه سال 1979 پرزیدنت کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا ژنرال هایزر را به ایران فرستاد تا از یک طرف به شاه اصرار ورزد که ایران را هر چه زودتر ترک کند و از دیگر سو فکر کودتا را از سر ژنرال‌های ایرانی خارج سازد. قبل از اینکه شاه ایران را ترک کند، هایزر به ژنرال‌های ارتش ایران توصیه کرد با نمایندگان خمینی وارد مذاکره شوند و پس از عزیمت شاه از ایران، هایزر که مأموریتش را با کمال موفقیت به انجام رسانیده بود، ایران را ترک کرد. مجله دیسنت اضافه می‌کند بنی صدر، یکی از اعضای شورای انقلاب که در آن زمان جزء همراهان خمینی بود، تاکید کرده است که خمینی و اطرافیانش هنگامی که در پاریس به سر می‌بردند وقوع کودتا را از طرف ژنرال‌های ارتش کاملا محتمل و امکان پذیر می‌دانستند. ولی بعضی از ژنرال‌های ارتش در پاریس به خمینی قول دادند که وقوع کودتا از طرف ارتش منتفی است و این موضوع پس از مراجعت خمینی به تهران از طرف آنها تایید گردید. دریفوس نیز در کتاب گروگان خمینی می‌نویسد هایزر به ژنرال‌های ایرانی توصیه کرد باید فکر هر کودتایی را از سر بدر کنند و منتظر بمانند تا ثابت شود که دولت غیرنظامی دکتر بختیار قادر به اداره اوضاع و احوال نیست و سپس موقعی که ناتوانی دولت دکتر بختیار در اداره امور کشور به اثبات رسید، آن وقت زمان کودتای نظامی به وسیله آنها فرا خواهد رسید. بدین ترتیب ژنرال‌ها در انتظار صدور دستور از واشنگتن باقی ماندند تا سرانجام با خیانت ارتشبد قره‌باغی و سپهبد فردوست و قتل مشکوک سپهبد بدرعی فرمانده نیروهای زمینی، ارتش خود را بی‌طرف اعلام کرد و سربازها را به سربازخانه‌ها فراخواند و آنها را مرخص کرد. با فراخوانده شدن سربازهایی که مأموریت حفظ نظم را در خیابان‌ها بر عهده داشتند به سربازخانه‌ها و ترخیص آنها، تظاهر کنندگان به سربازخانه‌ها حمله، اسلحه و مهمات پادگان‌ها را غارت کردند و ژنرال‌های تراز اول ارتش را دستگیر و اولین گروه آنها در پشت بام محل سکونت خمینی به دستور او تیرباران شدند. با توجه به اینکه مجله دیسنت از نشریات معروف و بسیار معتبر آمریکا بود و دریفوس نیز به طور یقین در تهیه مطالب کتاب گروگان خمینی از منابع مجله بسیار معروف و معتبر سود جسته است و مخصوصاً با توجه به اینکه ژنرال هایزر روز پنجشنبه 19 نوامبر 1981 که سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بود، در مصاحبه تلویزیونی که بدین مناسبت تهیه شده بود، صراحتاً هدف مأموریتش را ایجاد امکان سقوط رژیم شاه و حمایت از خمینی اعلام کرد. به نظر می‌رسد که مطالب مجله دیسنت و کتاب گروگان خمینی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد و همانطور که ژنرال هایزر در مصاحبه تلویزیونی مربوطه اظهار داشت، مأموریتش صرفاً بی اثر کردن ارتش و هموار ساختن زمینه برای روی کار آمدن خمینی و ملایان در ایران بوده است. به هر حال، به طوری که در قسمت‌های پیشین این کتاب با استناد به اسناد و مدارک بسیار معتبر شرح داده شد، آخوندها از 300 سال پیش از انگلیس‌ها به طور مرتب پول دریافت می‌کردند و از سال 1953 نیز جیره‌خوار سازمان CIA بودند. با این اوصاف، تماس آنها با مأموران CIA قبل از سقوط رژیم شاه برای در دست گرفتن قدرت عجیب به نظر نخواهد رسید. در زمانی که فعل و انفعالات مذکور در واشنگتن و تهران برای تعیین سرنوشت سیاسی آینده ایران در جریان بود، خمینی و یارانش به منظور در دست گرفتن قدرت بعد از سقوط رژیم شاه از امکان هر فرصتی و حتی تماس با مأموران CIA استفاده می‌کردند. مجله واشنگتن کوارترلی در این باره می‌نویسد هنگامی که خمینی در ویلای کوچکی در نوفل-لوشاتو در حومه پاریس مستقر شد، بیشتر در معرض ارتباط با وسایل جمعی قرار گرفت و بدین وسیله موفق شد بیشتر خودش را به جهانیان بنمایاند. سازمان CIA در محل اقامت خمینی در نوفل-لوشاتو خانه‌ای اجاره کرد و کارکنان سفارت آمریکا با همکاران نزدیک خمینی از قبیل بنی صدر، قطب زاده و یزدی تماس‌های منطقی برقرار کرد و درباره آینده ایران و مأموریت آنها در این باره ترتیبات لازم را دادند. آمریکایی‌ها با تمام قدرت علمی و تکنولوژیکی و اطلاعاتی که دارند، معاذ در بازی سیاسی با خمینی بازنده محسوب می‌شوند، زیرا آنها فکر می‌کردند خمینی یک مذهبی میانه‌روی اصلاح طلبی است
که میتواند خلأ سیاسی بعد از شاه را به آسانی و خوبی پر کند و ضمن ایجاد یک حکومت میانه‌روی اصلاح طلب کمونیسم را در ایران نابود خواهد کرد، غافل از این که این مردی که خود را مذهبی نایب امام زمان و آیت خدا می‌داند آنچنان به سفاکی و خونریزی پرداخت که روح توماس تورکومادا راهب معروف قرن 15 را که از طرف پاپ به ریاست انگیزیسیون اسپانیا برگزیده شد و از خونخوارترین چهره‌های تاریخ به شمار رفته است آزاد کرد و از طرف دیگر با خونریزی‌های بی‌سابقه رژیم او آنچنان اختناقی در ایران به وجود آمد که مردم ظهور هر نوع رژیمی را به جای رژیم فاشیست ملایی مولود خمینی برتری می‌دهند. در فریب خوردن از خمینی آمریکایی‌ها تنها نبودند، کلیه جمعیت‌هایی که به نحوی از انحنا با رژیم شاه مخالف بودند و چه در داخل و چه در خارج از کشور بر ضد او مبارزه می‌کردند و مخصوصاً رهبران جبهه ملی و همه فریب خمینی را خورده و معتقد بودند خمینی نیز مانند آنها اصلاح طلب است و پس از سقوط شاه همانطور که بارها اظهار داشته بود از سیاست کناره‌گیری و به امور مذهبی خواهد پرداخت و اگر غیر از این بکند آنها قادر خواهند بود وی را تحت کنترل خود درآورند. به طوری که قبلا مذکور افتاد، آیت الله خمینی و سایر ملاها قبل از سقوط شاه پیوسته قول می‌دادند که پس از سقوط شاه کشور را به سیاستمداران تحویل و خود به امور مذهبی خواهند پرداخت و آیت الله خمینی در تمام مصاحبه‌هایش همیشه دم از آزادی می‌زد. ذکر بعضی از مصاحبه‌های آیت الله خمینی قبل از انقلاب و همچنین مطالبی که بعضی از مجلات و روزنامه‌های معروف و معتبر جهان درباره او نوشته‌اند، عیانگر ذات و طبیعت سالوس پیشه و فریبکار ملایان ایران است. برای نمونه قسمت‌هایی از مصاحبه‌ای را که مخبر روزنامه السفیر چاپ بیروت در روز 13 فوریه 1979 با آیت الله خمینی به عمل آورده و در شماره‌های 18 و 19 ژانویه 1979 اقدام به چاپ آنها کرده است، به شرح زیر درج می‌شود. روزنامه مذکور می‌نویسد اگر خمینی را رهبر جدید ایران بنامید، عصبانی می‌شود و قبل از اینکه اشتباه شما را اصلاح کند به مصاحبه ادامه نخواهد داد. آیت الله خمینی در برابر پرسش آیا در ایران در حال حاضر کلیه گروه‌های سیاسی بر ضد شاه ائتلاف کرده و یا اینکه تنها یک نهضت سیاسی ضد شاه وجود دارد که توده‌های مردم و سایر جمعیت‌های سیاسی از او پیروی می‌کنند پاسخ داده است مبارزه مردم ایران در حال حاضر بر ضد شاه و رژیم او انجام می‌گیرد و هدف مبارزه مذکور آن است که یک حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاید که کلیه طبقات مختلف اجتماع از قبیل سیاستمداران، روشنفکران، دانشگاهیان، کشاورزان، بازرگانان، پیشوران و بالاخره کلیه مردان و زنان در آن شرکت داشته باشند. در برابر پرسش دیگر مخبر السفیر مبنی بر بعضی محافل سیاسی عقیده دارند که آخوندها می‌توانند رژیم شاه را ساقط کنند ولی خود قادر به اداره امور حکومت بعد از سقوط شاه نیستند، در این باره چه می‌فرمایند؟ خمینی پاسخ داده است آخوندها مبارزه فعلی را بر ضد رژیم شاه یک مسئولیت اجتماعی تلقی می‌کنند ولی بدیهی است که آنها قصد متشکل شدن در یک گروه سیاسی به منظور در دست گرفتن مقامات دولتی را ندارند. هنگامی که مخبر السفیر درباره کمونیست‌های ایران و موضع سیاسی آنها از خمینی سوال کرده است، بر طبق نوشته روزنامه مذکور، دکتر یزدی که وظیفه ترجمه مصاحبه را بر عهده داشت در پاسخ پیش‌دستی کرده و اظهار داشته است کمونیسم در ایران به وسیله آمریکا به وجود آمده و حزب توده را دولت بریتانیا در ایران ایجاد کرده است. بر طبق گزارش‌های افراد مطلع، بیشتر کمونیست‌های این منطقه به وسیله آمریکا به وجود آمده و هدف آمریکا آن است که نهضت‌های آزادی‌خواهی ناسیونالیستی را به وسیله عوامل مذکور نابود سازد. نویسنده: شاید به همین مناسبت است که پس از سقوط شاه رژیم آیت الله خمینی با کمونیسم وصلت کرده و اکنون این دو ایدئولوژی نامتجانس، اسلام و کمونیسم، با هم زندگی سمبیوتیک مسالمت‌آمیز دارند. هنگامی که مخبر روزنامه درباره ترکیب شورای انقلاب از خمینی پرسش کرده است، بر طبق نوشته روزنامه مذکور، شیخ امامی که در مصاحبه حضور داشته اظهار داشته است بیشتر اعضای شورای انقلاب آنهایی هستند که در حال حاضر در کشور مشغول مبارزه بر ضد شاه هستند و برخلاف شایعات محافل خارجی آیت الله خمینی نه عضویت شورای مذکور را قبول خواهند کرد و نه اینکه در رأس دولت قرار خواهند گرفت. روزنامه مذکور می‌نویسد در این هنگام یکی دیگر از حضار با خنده گفت ترکیب شورای انقلاب تعجب شما را برخواهد انگیخت. علما ممکن است در آن عضویت داشته و ممکن است عضویت نداشته باشند. بعضی نظامیان نیز ممکن است عضویت شورای مذکور را بر عهده داشته باشند و شاید چه کسی می‌داند حتی زنان هم به عضویت آن درآیند. مجله پرتیراژ و معروف اشپیگل چاپ آلمان نیز مصاحبه‌ای با آیت الله خمینی ترتیب و آن را در شماره ژانویه 1979 چاپ کرده است که یکی از سوالات و پاسخ آن به شرح زیر است. سوال: در حال حاضر حزب کمونیست به اعضای خود دستور مبارزه مسلحانه داده است. آیا شما از این موضوع نگران نیستید؟ پاسخ:
هر کسی حق دارد عقیده خود را به آزادی بیان کند، ولو آنکه مخالف دولت باشد، ولی البته چنین اقدامی نباید با مقررات اسلام و یا نظم عمومی مباینت داشته و یا مخالف مصالح دولت باشد. مجله نیویورک در شماره 24 دسامبر سال 1979 خود می‌نویسد: خمینی به خلق افسانه‌ای دست زده است که کاملاً با نیازها و خواستهای پیروانش مطابقت دارد. خمینی در واقع ذات و طبیعت واقعی و نیات فطری خود را در کالبد امام غایبی که باید از محل غیبت ناشناخته خود ظهور کند مخفی کرده است. مجله اشپیگل در شماره 46 صفحه 152 می‌نویسد: خمینی اسلام را وسیله و آلت قدرت شخصی خود قرار داده است. اسلام در واقع بر اساس انسان دوستی و اغماض و نیک اندیشی پایه‌ریزی شده، ولی خمینی برای اینکه از دست مخالفانش نجات یابد، آنها را تحت عنوان مصلحت اسلام اعدام می‌کند. و نیز مجله مذکور در شماره 49 صفحه 157 می‌نویسد: بسیاری از مسلمانان ایران معتقدند که خمینی امام 12 و یا خود اوست که قرار است موقعی که دنیا از ظلم و گناه اشباع شد ظهور کند. اما خمینی هیچگاه بر صدد بر نیامده است این تصور غلط پیروانش را اصلاح و آنها را به واقعیت هدایت کند. داخل پرانتز 60% مردم ایران بیسواد، عامی و آلوده به انواع خرافات هستند. مجله مذکور در صفحه 101 شماره 4 می‌نویسد: خمینی حاضر نیست عقاید خرافی پیروانش را مبنی بر اینکه صورت وی را در ماه دیده‌اند انکار کند. نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران. نویسنده دکتر مسعود انصاری. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 7. نقدی درباره رابطه بین سیاست و دین. به طوری که خوانندگان ارجمند توجه فرموده اند، نویسنده این کتاب کوشش کرده است مطالب مورد بحث صرفاً در چارچوب یک تحقیق مستند علمی و هیستوگرافیک تهیه شود و لذا تنها به تشریح بی‌غرضانه مدارک و اسناد معتبر و متقن تاریخی پرداخته و از هر نوع نقد مثبت و یا منفی و یا اظهار نظر شخصی درباره نقش روحانیون در فعل و انفعالات سیاسی تاریخ معاصر ایران خودداری ورزیده است. بدیهی است که خوانندگان عزیز پس از قرائت دقیق نکات تشریح شده و مخصوصاً مطالعه بیشتر درباره مدارک و اسنادی که به عنوان مأخذ مطالب مورد بحث ارائه شده، خود راجع به اثر و نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران قضاوت خواهند کرد. اما در پایان این کتاب نویسنده بی مناسبت نمی‌داند نکته‌ای چند درباره همگرایی سیاست و دین به ممسح تشریح درآورد. به طور کلی میتوان گفت در طول 4000 سالی که بشر تاریخ نوشته دارد، به استثنای مدت کوتاهی در قرون وسطی که پاپ‌ها حکومت را در روم به دست گرفتند و همچنین در زمان سلطنت صفویه در ایران که سلاطین این سلسله عنوان روحانیت بر خود بستند، مذهب و سیاست هیچگاه با هم جمع نیامده اند. حکومت پاپ‌ها در روم نیز به طوری که می‌دانیم با شکست روبرو شد. البته مذهب را میتوان یکی از عوامل مهم ناسیونالیسم ملت‌ها به شمار آورد، چنانکه یهودیان از این عامل در زنده نگه داشتن ناسیونالیسم خود استفاده کردند و سرانجام موفق شدند برای خود در قسمتی از سرزمین سابق فلسطین به تشکیل یک دولت یهودی اقدام کنند. اما همگرایی دین و سیاست مانند اتحاد غیر ممکن عقل و احساس است. مذهب یک عامل انفرادی، معنوی، ذهنی و غیر دنیوی است که با پدیده دولت که یک سازمان اجتماعی معقول در خارج است قابل جمع و مقایسه نیست. به عبارت دیگر، مذهب یک پدیده فیدئیست است که پایه و اساس آن بر متافیزیک و ایمان انسان قرار دارد. ولی دولت یک سازمان سیاسی است که بنیان آن بر شالوده نظم اجتماعی و دنیوی قرار گرفته است. می‌دانیم ماکیاولیسم که بعد از رنسانس به صورت یگانه مکتب رایج علوم سیاسی و تنها ایدئولوژی مقدس سیاستمداران درآمد حاکی است که برای تحقق هدف‌های سیاسی استفاده از هر نوع وسیله مشروع و غیر مشروعی مجاز است. اما مذهب آنچه را که با اخلاق و الهیات تطابق نداشته باشد گناه تلقی می‌کند.
مذهب پدیده مقدسی است که باید مانند وجود خدا از هر نوع آلودگی غیر اخلاقی بری و آزاد باشد. اما در سیاست، تزویر، خدعه، نیرنگ و ریا و آنچه که برای تحقق اهداف سیاسی قدمی به جلو تلقی شود، مجاز و مستحسن تلقی شده است. اگر انسان هدف زندگیش را پیروی از خصوصیات حمیده اخلاقی قرار دهد، به یقین در تحقق هدفش شکست خواهد خورد. زیرا اخلاقیات ضمانت اجرایی ندارد و بشر طبعاً همیشه مستعد عبور از مرزهای اخلاقی و ارتکاب سیئات است. پلاتوس، نمایشنامه نویس رومی قبل از میلاد مسیح، در کمدی اولاغ‌ها می نویسد هومو هومینی لوپوس، یعنی انسان برای انسان دیگر حکم گرگ را دارد و این فریضه به وسیله تمام فلاسفه و از جمله فروید مورد تأیید قرار گرفته است. اگر قبول کنیم که اصول اخلاقی نمیتوانند برای بشر ضمانت اجرا داشته باشند، ولی هنگامی که اصول مذکور در چارچوب مذهب قرار گرفتند، ضمانت اجرا خواهند یافت. به همین دلیل است که عده‌ای گفتند اگر برای اخلاق ضمانت اجرایی میتوانست وجود داشته باشد، دین به وجود نمی آمد. زیرا بشر مستعد ارتکاب گناه و بی‌اعتنا به اصول اخلاقی برای مذهب و قدرت‌هایی که مذهب را مقرر داشته‌اند احترام قائل است و به علت ترس از عقوبت مذهب شکنی دست به ارتکاب منهیات دینی نخواهد زد. اما سیاستمدار برای تحقق هدفهایش مرز و حدی نمی‌بیند و تا آنجایی که در قدرت دارد هر عملی که انجام دهد مشروع تلقی می‌شود. می‌دانیم که فلاسفه برای مذهب تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند. فلاسفه یونان قدیم مذهب را پدیده‌ای می‌دانستند که بشر به وسیله آن خلأ نادانی‌هایش را از طبیعت پر می‌کند و خویشتن را کامل و قوی می‌بیند. افلاطون، ارسطو مذهب را یک عامل لازم و حیاتی برای ثبات و قوام دولت‌ها دانسته‌اند. نیچه مذهب را پدیده‌ای می‌داند که انسان را هیپنوتیزم می‌کند و مانند حیوانی که زمستان را در بیهوشی و یا گیاهان مناطق حاره که تابستان را در رخوت می‌گذرانند، انسان نیز برای خود مذهبی انتخاب و در سایه آن خود را از حساسیت‌های زندگی آزاد و عمرش را در بیحالی و بیهوشی به سر می‌برد. هگل معتقد است وجود خدا لازمه وجود انسان است. اگر انسان نباشد، خدایی هم وجود نخواهد داشت. خداوند در انسان اشراق می‌کند و با وجود او عجین می‌شود. فئورباخ و اسپینوزا فلسفه هگل را معکوس کرده و عقیده دارند خداوند مخلوق تصور انسان است. انسان خدای فرضی را در وجود خود خلق و سپس بدین وسیله خود را کامل و قوی احساس می‌کند. مارکس معتقد است که مذهب تریاک ملت‌ها میباشد و بالاخره فروید اظهار عقیده کرده است که مذهب توهمی است که زائیده تضاد عصبی وابسته به مسائل هیجانی زمان طفولیت انسان است. به هر حال هر تعریفی که برای مذهب قائل شویم، واقعیت مسلم و غیر قابل تردید آن است که ادیان و به ویژه اسلام به منظور برحذر داشتن انسان از ارتکاب اعمال غیر اخلاقی و ناشایست و راندن او به خصوصیات مستحسن اخلاقی به وجود آمده و هیچ عاملی در زندگی نمیتواند مانند مذهب هادی انسان به نظم اخلاقی و معلن ایجاد جامعه‌ای منظم و سالم باشد. بنابراین اگر مذهب شرط لازم و حتمی زندگی اجتماعی بشر باشد، ولی 4000 سال تاریخ مدون بشر ثابت کرده است مذهب در هیچ شرایطی نمیتواند با سیاست زندگی سمبیوتیک داشته باشد. جامعه انسان مخصوصاً در اثر اتم و فضا باید برای توسعه و پیشرفت استعداد و تحرک داشته باشد. اما اصول دوگماتیسم مذهبی که تنها به منظور کنترل بشر در برابر بدکاری و شرارت وضع شده اند، مغز انسان را با سطحی از تارهای نفوذناپذیر و گمهای لایتغیر مذهبی محصور، حالت تحرک و دینامیسم را از انسان سلب و او را به صورت میسونیست‌های متحرک ولی بدون اثر در می‌آورند. بدین ترتیب جامعه‌ای که باید با تحرک فکری بشر به پیش رانده شود، مانند کیفیت فکری او خاموش و بی حرکت می شود.
هنگامی که بحث سیاست در میان باشد، هر انسانی حق دارد به منظور بهبود وضع زندگی خود دولت منتخبش را مسئول سازمان اداری امور اجتماعی دانسته و روش و خط و مشی آن را به باد انتقاد بگیرد. اما زمانی که بحث مذهب پیش می آید، نه تنها انتقاد بلکه تردید در اصول مذهبی نیز کفر تلقی شده و انسان را مشمول تکفیر و مجازات قرار می دهد. بدیهی است که در حکومت مذهبی امور و موارد سیاسی با اصول مذهبی آمیزش پیدا می کنند و هر نوع تردید و انتقادی از امور سیاسی مانند تردید در اصول مذهبی کفر و بیدینی تلقی می شود. نویسنده این کتاب پیرو فلسفه ارسطیانیسم نبوده و عقیده ندارد که دولت باید بر مذهب تفوق داشته و کنترل امور دینی افراد مردم را نیز بر عهده داشته باشد، ولی به این واقعیت قائل است که مذهب و سیاست در حد تفاوت یک پیامبر از یک حاکم فرق دارد و باید از یکدیگر جدا بماند، زیرا پیغمبر یک مقام روحانی است که از طرف خداوند برای هدایت بشر داخل پرانتز از جمله سیاستمداران به درستی و راستی مبعوث شده و باید از هر عیب و نقصی عاری و از هر لحاظ مقدس و منزه باشد. اما حاکم فردی است که با سیاست سر و کار داشته و نه تنها میتواند از مقامش تعویض گردد، بلکه در برابر قصور در انجام وظایفش حتی مستحق مجازات نیز میتواند باشد. بنابراین مذهب باید از لحاظ معنوی پیوسته خود را بالای سیاست نگه داشته، ماهیت خود را مطلقاً از آلودگی‌های سیاست برکنار و روحانیون نیز باید تنها به وظایف روحانی و معنوی خود بپردازند، نه اینکه روحانیت را داعیه و بهانه حکم فرمایی قرار دهند. روحانی فردی است که باید با توجه به اصول معنوی و انسانی و از راه مبانی بنیادهای مذهبی که کلاً جنبه متافیزیک و ابدی داشته و بعد زمان و مکان در آنها مستحیل گردیده است، افراد مردم را از طریق امر به معروف و نهی از منکر ارشاد و هدفش تنها تنزیه اخلاقی مردم و شکوفا کردن ارزش‌های معنوی آنها باشد. اما سیاستمدار کسی است که باید با استفاده از قوانین و مقررات مصنوع به وسیله انسان که معتبر به زمان و مکان می باشد به اداره امور جامعه انسانی و تأمین حقوق فردی آنها در برابر یکدیگر و همچنین دفاع از حقوق ملی مردم در برابر سایر ملل بپردازد. برای توضیح و اثبات تضاد طبیعت روحانیت و سیاست و تباین فاحش وظایف این دو عامل شاید هیچ وسیله‌ای مناسب‌تر از اشاره به بعضی از مسائل و مواردی که آیت الله خمینی در کتاب رساله توضیح المسائل خود تشریح فرموده‌اند نباشد. بریده‌ای از کتاب رساله توضیح المسائل خمینی. مسئله 67. اگر مخرج غایط را با آب بشویند، باید چیزی از غایط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از غایط در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست. مسئله 69. لازم نیست با 3 سنگ و یا 3 پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه اگر با 1 مرتبه هم غایط برطرف شد، کفایت می‌کنند. ولی با استخوان و سرگین و چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کند محل را، نماز نمیتواند بخواند. مسئله 72. استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهند و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غایط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند. بعد 3 دفعه با انگشت میانی که دست چپ از مخرج غایط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و 3 مرتبه تا خط نگاه بکشند و پس از آن 3 مرتبه سر آلت را فشار دهند. مسئله 106. کافر یعنی کسی که منکر خداست، یا برای خدا شریک قرار می دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله را قبول ندارد، نجس است و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود. مسئله 108. اگر پدر و مادر و جده و جده بچه نابالغ کافر باشند، آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشد، بچه پاک است. مسئله 135. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است
و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. مسئله 349. اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنگاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد و یا در مرد، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند. مسئله 350. اگر شک کند که به مقدار ختنگاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست. مسئله 351. اگر نعوذ بالله حیوانی را وطئی کند، یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطئی وضو داشته باشد هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد. مسئله 384. اگر مخرج غایط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه، غسل او باطل است مگر اینکه پیش از غسل حمامی را راضی کند. مسئله 435. زنهای سیده بعد از تمام شدن 60 سال یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن 50 سال یائسه می شوند. مسئله 445. اگر خونی ببیند که از 3 روز بیشتر و از 10 روز کمتر باشد و نداند خون دمل است یا خون حیض، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست، در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد. پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است و اگر ممکن نباشد که وارسی کند، در صورتی که میداند خون سابق حیض بوده حیض قرار دهد و اگر دمل بوده خون دمل قرار دهد و اگر نمیداند خون حیض بوده یا دمل، باید همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی را که زن غیر حائض انجام میدهد به جا آورد. مسئله 435. وطئی در دبر زن حائض کفاره ندارد. مسئله 644. غسل‌های مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است: 11. غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است. 12. غسل کسی که در حال مستی خوابیده. 13. غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمدن نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. مسئله 852. اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند این هاست خونی به بدن یا لباس برسد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند، ولی با خون بواسیر می شود نماز خواند اگرچه دانه هایش در داخل باشد. مسئله 1834. خمس را باید 2 قسمت کنند. 1 قسمت آن سهم سادات است. بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را از مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند سهم امام را به یک طور مصرف می‌کند. مسئله 2442. اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. مسئله 2602. اگر 2 نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر باشد یا یکی از آن 2 نام خدا را ببرد و دیگری عمدن نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسئله 2628. خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا برای شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد. مسئله 2631. خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطئی کند یعنی نزدیکی نماید حرام می شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. مسئله 2632.
اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، بول و سرگین آنها نجس می شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که به آن وعده کرده پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند شیر آن حرام می شود. مسئله 2638. در آشامیدن آب چند چیز مستحب است. دوم، در روز ایستاده آب بخورد. مسئله 2639. آشامیدن آب در شب به حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مکروه می باشد. مسئله 2644. نظر زن بی اجازه شوهر باطل است. مسئله 2836. قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و برهم زدن کانون خانوادگی مسلمانان از مجلسین غیرقانونی و شرعی گذشته است، برخلاف احکام اسلام و امر کننده و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهایی که به امر محکمه طلاق داده میشوند طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است و مستحق حد شرعی و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی وارث نمیبرند و سایر احکام اولاد در زنا بر آنها جاری است. چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام کنند به طلاق. مسئله 2878. مرده مسلمان را تشریح نمیتوان نمود و اگر تشریح کنند حرام است و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب تحریر الوسیله ذکر نموده‌ام، ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد. مسئله 2890. چون استعمال رادیو تلویزیون در وجه حرام شایع و رایج است به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود است، اجازه نمیدهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند. کلیه مسائل بالا از کتاب رساله توضیح المسائل اقتباس شده است. کتاب مذکور تحت عنوان رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین سید العلماء والمجتهدین رئیس المله والدین آیت الله العظمی و مولانا الاعظم جناب آقای حاج آقا روح الله الموسوی الخمینی متع الله المسلمین به طول بقاء وجوده الشریف به وسیله تهران بازار بین الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی به چاپ رسیده و ممهور به مهر تأییدی آیت الله خمینی است. در پایان کتاب پرسش‌هایی در موارد مختلف تحت عنوان سوالاتی جدید از امام موسوی به چاپ رسیده است که یکی از آنها درباره احکام وقف به شرح زیر است. سوال: اگر مزرعه‌ای را وقف کرده اند که درآمدش صرف اقامه اعضای حضرت سیدالشهدا شود، آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه؟ جواب: جایز نیست. این بود بعضی از مسائلی که آیت الله خمینی رهبر سیاسی و مذهبی کشور ایران در رساله خود به توضیح آنها پرداخته اند. بدیهی است هنگامی که یک شخص روحانی زندگی خود را اختصاص به تجزیه و تحلیل مسائل و موارد مذکور می‌دهد، جای بحث برای کسی باقی نمی‌ماند. دین و مذهب یک عامل فردی است و انسانی که به پیروی از مذهب گردن می‌نهد طبعاً باید کلیه مقررات و اصول آن و فتواهای رهبران مذهبی را قبول و آنها را به مورد اجرا بگذارد. ولی آنچه که در این مقوله شایان بحث می باشد توأم شدن شغل مذکور با امور کشورداری است. اگر آخوندی گوشه مسجد و یا یکی از پله‌های منبری را انتخاب و عمر و نیروی انسانی خود و پیروانش را صرف موعظه درباره امور و موارد مذکور بکند، کسی را نسبت به گفتار و کردار او جای سخن باقی نمی‌ماند. ولی هنگامی که آخوندی وعظ درباره مسائل مذکور را با کشورداری و سیاستمداری مخلوط می‌کند، عقل هر انسانی از توجیه منطقی نتیجه چنین روشی عاجز می‌ماند. طبیعی است که اگر آخوندی تنها به انجام وظایف مذکور بپردازد، هرگاه یکی از پیروانش به مسئله شماره 435 رساله آیت الله خمینی مبنی بر اینکه زن سیده در سن 60 سالگی و زن غیر سیده در سن 50 سالگی یائسه میشوند شک کند و بگوید فیزیولوژی بدن انسان سیده و غیر سیده و مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره نمیشناسد و جریان طبیعی خود را سیر خواهد کرد. یگانه مجازاتی که شخص مرتد به علت تردید در اصالت چنین
نظری خواهد دید، تکفیر و اتهام به بیدینی خواهد بود. اما اگر آخوندی علاوه بر وظیفه و اختیار مذهبی درباره موعظه مسائل مذکور دارای قدرت سیاسی، کشورداری، جزایی و اجرایی نیز باشد، آن وقت قدرت ضمانت اجرایی مجازات‌های دنیوی که برای ارتکاب جرائم جنایی آن هم با رعایت تشریفات دادرسی طولانی قائل شده اند، جانشین مجازات‌های ماوراءالطبیعه جهان اخروی که در این دنیا ضمانت اجرایی ندارند خواهد شد و یک جامعه نیمه انسانی عیناً شبیه آنچه که امروزه در ایران می‌گذرد به وجود خواهد آورد. در چنین شرایطی، یعنی هنگامی که ملای مذهبی علاوه بر وظیفه موعظه دینی قدرت حاکمیت اجرایی نیز داشته باشد، آن وقت کسی را که درباره مسئله شماره 1834 رساله آیت الله خمینی شک کرده و بگوید به چه دلیلی من باید 1/5 از منافع مالم را 2 کنم، نیمی از آن را به سادات و نیم دیگر آن را به مجتهد جامع الشرایط به عنوان خمس بدهم، چنین شخصی تنها تکفیر نمی شود، بلکه مانند آنچه که در ایران امروز می گذرد، بلافاصله ملای مذهبی به عنوان حاکم شرع دستور می دهد او را تیرباران کنند. بدین ترتیب در یک جامعه فاشیست مذهبی مانند جامعه نیمه انسانی امروز ایران، نه تنها از عدالت و انصاف قضایی اثر و نشانه‌ای باقی نخواهد ماند، بلکه روش کشتار سلاخخانه‌ها نیز در چنین جامعه‌ای رعایت نخواهد شد، زیرا به طوری که می‌دانیم در سلاخخانه‌ها نیز از کشتار حیوانات بیمار، آبستن و همچنین بچه‌های آنها خودداری می‌شود، ولی در جامعه‌ای که روحانیون مقام مذهبی، سیاسی و اجرایی را به طور توأم احراز کنند، به همان گونه که امروز در ایران می‌بینیم، مخالفت با آخوندها، محاربه با خدا، فساد در ارض و لشکرکشی در برابر دین تلقی شده و کسی که از نظر ملایان مذهبی خاطی تشخیص داده شود، بدون رعایت سن، جنسیت و سایر حقوق انسانی بلافاصله تیرباران می‌شود. در چنین اجتماعی نه تنها تفکیک قوای سگانی تقنینی، قضایی و اجرایی از یکدیگر شوخی تلقی خواهد شد، بلکه از هیچ یک از آنها نشانه‌ای باقی نخواهد ماند، زیرا کلیه آنها در قدرت مذهبی روحانیون ادغام و مستحیل می‌شوند و از انسانیت و حقوق بشری اثری باقی نخواهد ماند. وانگهی در جامعه‌ای که روحانیونش به جای اینکه به مسائل پیش گفته شده بپردازند، اداره امور سیاسی و کشورداری آن جامعه را نیز در اختیار بگیرند، به طور طبیعی چنین جامعه‌ای آینه تمام نمای وضع اسفبار امروز ایران خواهد بود که دانشگاه‌هایش به طور کلی در سراسر کشور تعطیل، صنعت کشور متوقف و تعداد 4 میلیون نفر از 35 میلیون نفر جمعیت آن بیکار شده و تعداد 800 نفر از افراد بیگناه مردم آن که در بین آنها افراد بیمار، متجاوز از 90 سال، زنان آبستن و خردسالان 12 ساله قرار دارند، در برابر جوخه‌های آتش به نام دین و مقتضیات آن نابود شده اند. در چنین جامعه‌ای مانند ایران ویران شده امروز، تعداد 2,700,000 نفر از مغزهای متفکر آن مطابق آمار رسمی از کشور فرار می‌کنند و تعداد 50,000 نفر زندانی سیاسی زیر شکنجه‌های هولناک دژخیمان ملاهای قدرت طلب در گوشه زندان‌ها به سر می‌برند. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز یکشنبه 31 ژانویه 1982 تحت عنوان جنگ ملتی را که بر اثر حکومت اسلامی داغان شده متحد کرده است، می‌نویسد تعداد زندانیان سیاسی در ایران به قدری زیاد است که اعلام اوقات ملاقات زندانیان سیاسی به ترتیب حروف الفبای نام زندانیان به صورت یکی از وظایف رسمی رادیوی ایران درآمده است. به علاوه همسایه چنین کشوری که تنها 1/3 جمعیت آن کشور را داشته و پیوسته در طول تاریخ خود به تمامیت ارضی آن کشور با دیده احترام می‌نگریسته، به کشور مذکور حمله و قسمت‌هایی از پرثروت‌ترین سرزمین‌های آن کشور را اشغال می‌کند و بین 3,000 تا 5,000 نفر از جوانان برومند این کشور در جنگ با دشمن کشته و تعداد 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق جنگ زده آن بی خانمان و به سایر نقاط آواره می‌شوند. اما اگر به محتویاتی که در دل شگفت‌زای تاریخ ذخیره شده است مراجعه کنیم، افق پر امید و روشنی در حال اشراق خواهیم دید و این افق لاجرم دیر و یا زود از حافظه کامپیوتر مانند تاریخ تجلی خواهد کرد. کلیه ایرانشناسان اظهار عقیده کرده اند که ایرانی در تمام طول پرنشیب و فراز تاریخ پردوامش 10 بار به مرز نیستی و انهدام نزدیک شده، ولی با استفاده از طبیعت و شور میهندوستی‌اش خطر انهدام را رفع و به هستی افتخارآمیزش ادامه داده است. به یقین خطری که امروز از جهت گروهی ملای
والای خودخواه که خدا را فراموش کرده و به دین او تظاهر می‌کنند، ملیت ایرانی را تهدید می‌کند، مخاطره آمیزتر از فتنه‌هایی که برای نابودی این ملت باستانی در بعضی دوره‌های بحرانی تاریخ طرح شده بود نیست. ایرانی در طول تاریخ خود ثابت کرده است که زنده است و زنده خواهد ماند. اگر ملاها خدا را فراموش کرده و به منظور به تحقق رسانیدن جاه طلبی‌های فردی خود به دین خدا تظاهر می‌کنند، بگذار ثابت شود که ایرانی دارای خدای واقعی و دین حقیقی است و هم ملت و هم سرزمین باستانیش باقی و برقرار خواهد ماند. ایرانی کشته می‌دهد که نابود نشود و به یقین از خون سرخ کشته‌هایش ایرانی سربلند و آزاد جوانه خواهد زد. ایران تو بمان، غایت مقصود همین است. پایان. بریده‌ای از کتاب رساله توضیح المسائل خمینی. مسئله 67. اگر مخرج غایت را با آب بشویند، باید چیزی از غایت در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از غایت در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست. مسئله 69. لازم نیست با 3 سنگ و یا 3 پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه اگر با 1 مرتبه هم غایت برطرف شد کفایت می‌کنند. ولی با استخوان و سرگین و چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کند محل را، نماز نمیتواند بخواند. مسئله 72. استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهند و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غایط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند. بعد 3 دفعه با انگشت میانی دست چپ از مخرج غایط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و 3 مرتبه تا خط نگاه بکشند و پس از آن 3 مرتبه سر آلت را فشار دهند. مسئله 106. کافر یعنی کسی که منکر خداست، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله را قبول ندارد، نجس است و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین، یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود. مسئله 108. اگر پدر و مادر و جده و جده بچه نابالغ کافر باشند، آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشد، بچه پاک است. مسئله 135. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. مسئله 349. اگر انسان جماع کند و به اندازه خط نگاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد و یا در مرد، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند. مسئله 350. اگر شک کند که به مقدار خط نگاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست. مسئله 351. اگر نعوذ بالله حیوانی را وطئی کند، یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطئی وضو داشته باشد، هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد. مسئله 384. اگر مخرج غایط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه، غسل او باطل است مگر اینکه پیش از غسل حمامی را راضی کند. مسئله 435. زنهای سیده بعد از تمام شدن 60 سال یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن 50 سال یائسه می شوند. مسئله 445. اگر خونی ببیند که از 3 روز بیشتر و از 10 روز کمتر باشد و نداند خون دمل است یا خون حیض، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست، در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد. پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است و اگر ممکن نباشد که وارسی کند، در صورتی که میداند خون سابق حیض بوده حیض قرار دهد و اگر دمل بوده خون دمل قرار دهد و اگر نمیداند خون حیض بوده یا دمل، باید همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی را که زن غیر حائض انجام میدهد به جا آورد.
مسئله 435 وعتی در دوبر زن حائض کفاره ندارد. مسئله 644 غسل‌های مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است 11 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است، 12 غسل کسی که در حال مستی خوابیده، 13 غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمدن نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. مسئله 852 اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند این هاست خونی به بدن یا لباس برسد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند، ولی با خون بواسیر می شود نماز خواند اگرچه دانه هایش در داخل باشد. مسئله 1834 خمس را باید 2 قسمت کنند. 1 قسمت آن سهم سادات است. بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را از مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند سهم امام را به یک طور مصرف می‌کند. مسئله 2442 اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. مسئله 2602 اگر 2 نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر باشد، یا یکی از آن 2 نام خدا را ببرد و دیگری عمدن نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسئله 2628 خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا برای شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد. مسئله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند یعنی نزدیکی نماید حرام می شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. مسئله 2632 اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، بول و سرگین آنها نجس می شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که به آن وعده کرده پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند شیر آن حرام می شود. مسئله 2638 در آشامیدن آب چند چیز مستحب است. دوم، در روز ایستاده آب بخورد. مسئله 2639 آشامیدن آب در شب به حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مکروه می باشد. مسئله 2644 نظر زن بی اجازه شوهر باطل است. مسئله 2836 قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای حتم احکام اسلام و برهم زدن قانون خانوادگی مسلمانان از مجلسین غیرقانونی و شرعی گذشته است، برخلاف احکام اسلام و امر کننده و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهایی که به امر محکمه طلاق داده میشوند طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است و مستحق حد شرعی و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی وارث نمیبرند و سایر احکام اولاد در زنا بر آنها جاری است. چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام کنند به طلاق. مسئله 2878 مرده مسلمان را تشریح نمیتوان نمود و اگر تشریح کنند حرام است و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب تحریر الوسیله ذکر نموده‌ام، ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد چه اهل ذمه باشد یا نباشد. مسئله 2890 چون استعمال رادیو تلویزیون در وجه حرام شایع و رایج است به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود است، اجازه نمیدهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.
کلیه مسائل بالا از کتاب رساله توضیح المسائل اقتباس شده است. کتاب مذکور تحت عنوان رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین سید العلماء والمجتهدین رئیس المله والدین آیت الله العظمی و مولانا الاعظم جناب آقای حاج آقا روح الله الموسوی الخمینی متع الله المسلمین به طول بقاء وجوده الشریف به وسیله تهران بازار بین الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی به چاپ رسیده و ممهور به مهر تأییدی آیت الله خمینی است. در پایان کتاب پرسش‌هایی در موارد مختلف تحت عنوان سوالاتی جدید از امام موسوی به چاپ رسیده است که یکی از آنها درباره احکام وقف به شرح زیر است. سوال: اگر مزرعه‌ای را وقف کرده اند که درآمدش صرف اقامه اعضای حضرت سیدالشهدا شود، آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه؟ جواب: جایز نیست. این بود بعضی از مسائلی که آیت الله خمینی رهبر سیاسی و مذهبی کشور ایران در رساله خود به توضیح آنها پرداخته‌اند. بدیهی است هنگامی که یک شخص روحانی زندگی خود را اختصاص به تجزیه و تحلیل مسائل و موارد مذکور می‌دهد، جای بحث برای کسی باقی نمی‌ماند. دین و مذهب یک عامل فردی است و انسانی که به پیروی از مذهب گردن می‌نهد طبعاً باید کلیه مقررات و اصول آن و فتواهای رهبران مذهبی را قبول و آنها را به مورد اجرا بگذارد. ولی آنچه که در این مقوله شایان بحث می باشد توأم شدن شغل مذکور با امور کشورداری است. اگر آخوندی گوشه مسجد و یا یکی از پله‌های منبری را انتخاب و عمر و نیروی انسانی خود و پیروانش را صرف موعظه درباره امور و موارد مذکور بکند، کسی را نسبت به گفتار و کردار او جای سخن باقی نمی‌ماند. ولی هنگامی که آخوندی وعظ درباره مسائل مذکور را با کشورداری و سیاستمداری مخلوط می‌کند، عقل هر انسانی از توجیه منطقی نتیجه چنین روشی عاجز می‌ماند. طبیعی است که اگر آخوندی تنها به انجام وظایف مذکور بپردازد، هرگاه یکی از پیروانش به مسئله شماره 435 رساله آیت الله خمینی مبنی بر اینکه زن سیده در سن 60 سالگی و زن غیر سیده در سن 50 سالگی یائسه میشوند شک کند و بگوید فیزیولوژی بدن انسان سیده و غیر سیده و مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره نمیشناسد و جریان طبیعی خود را سیر خواهد کرد. یگانه مجازاتی که شخص مرتد به علت تردید در اصالت چنین نظری خواهد دید، تکفیر و اتهام به بیدینی خواهد بود. اما اگر آخوندی علاوه بر وظیفه و اختیار مذهبی درباره موعظه مسائل مذکور دارای قدرت سیاسی، کشورداری، جزایی و اجرایی نیز باشد، آن وقت قدرت ضمانت اجرای مجازات‌های دنیوی که برای ارتکاب جرائم جنایی آن هم با رعایت تشریفات دادرسی طولانی قائل شده اند، جانشین مجازات‌های ماوراءالطبیعه جهان اخروی که در این دنیا ضمانت اجرایی ندارند خواهد شد و یک جامعه نیمه انسانی عیناً شبیه آنچه که امروزه در ایران می‌گذرد به وجود خواهد آورد. در چنین شرایطی، یعنی هنگامی که ملای مذهبی علاوه بر وظیفه موعظه دینی قدرت حاکمیت اجرایی نیز داشته باشد، آن وقت کسی را که درباره مسئله شماره 1834 رساله آیت الله خمینی شک کرده و بگوید به چه دلیلی من باید 1/5 از منافع مالم را 2 کنم، نیمی از آن را به سادات و نیم دیگر آن را به مجتهد جامع الشرایط به عنوان خمس بدهم، چنین شخصی تنها تکفیر نمی شود، بلکه مانند آنچه که در ایران امروز می گذرد بلافاصله ملای مذهبی به عنوان حاکم شرع دستور می دهد او را تیرباران کنند. بدین ترتیب در یک جامعه فاشیست مذهبی مانند جامعه نیمه انسانی امروز ایران نه تنها از عدالت و انصاف قضایی اثر و نشانه‌ای باقی نخواهد ماند، بلکه روش کشتار سلاخخانه‌ها نیز در چنین جامعه‌ای رعایت نخواهد شد، زیرا به طوری که می‌دانیم در سلاخخانه‌ها نیز از کشتار حیوانات بیمار، آبستن و همچنین بچه‌های آنها خودداری می‌شود، ولی در جامعه‌ای که روحانیون مقام مذهبی، سیاسی و اجرایی را به طور توأم احراز کنند، به همان گونه که امروز در ایران می‌بینیم، مخالفت با آخوندها، محاربه با خدا، فساد در ارض و لشکرکشی در برابر دین تلقی شده و کسی که از نظر ملایان مذهبی خاطی تشخیص داده شود بدون رعایت سن، جنسیت و سایر حقوق انسانی بلافاصله تیرباران می‌شود. در چنین اجتماعی نه تنها تفکیک قوای سگانی تقنینی، قضایی و اجرایی از یکدیگر شوخی تلقی خواهد شد، بلکه از هیچ یک از آنها نشانه‌ای باقی نخواهد ماند، زیرا کلیه آنها در قدرت مذهبی روحانیون ادغام و مستحیل می‌شوند و از انسانیت و حقوق بشری اثری باقی نخواهد ماند. وانگهی در جامعه‌ای که روحانیونش
به جای اینکه به مسائل پیش گفته شده بپردازند، اداره امور سیاسی و کشورداری آن جامعه را نیز در اختیار بگیرند، به طور طبیعی چنین جامعه‌ای آینه تمام نمای وضع اسفبار امروز ایران خواهد بود که دانشگاه‌هایش به طور کلی در سراسر کشور تعطیل، صنعت کشور متوقف و تعداد 4 میلیون نفر از 35 میلیون نفر جمعیت آن بیکار شده و تعداد 800 نفر از افراد بیگناه مردم آن که در بین آنها افراد بیمار متجاوز از 90 سال، زنان آبستن و خردسالان 12 ساله قرار دارند، در برابر جوخه‌های آتش به نام دین و مقتضیات آن نابود شده اند. در چنین جامعه‌ای مانند ایران ویران شده امروز، تعداد 2,700,000 نفر از مغزهای متفکر آن مطابق آمار رسمی از کشور فرار می‌کنند و تعداد 50,000 نفر زندانی سیاسی زیر شکنجه‌های هولناک دژخیمان ملاهای قدرت طلب در گوشه زندان‌ها به سر می‌برند. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز یکشنبه 31 ژانویه 1982 تحت عنوان جنگ ملتی را که بر اثر حکومت اسلامی داغان شده متحد کرده است، می‌نویسد تعداد زندانیان سیاسی در ایران به قدری زیاد است که اعلام اوقات ملاقات زندانیان سیاسی به ترتیب حروف الفبای نام زندانیان به صورت یکی از وظایف رسمی رادیوی ایران درآمده است. به علاوه همسایه چنین کشوری که تنها 1/3 جمعیت آن کشور را داشته و پیوسته در طول تاریخ خود به تمامیت ارضی آن کشور با دیده احترام می‌نگریسته، به کشور مذکور حمله و قسمت‌هایی از پرثروت‌ترین سرزمین‌های آن کشور را اشغال می‌کند و بین 3,000 تا 5,000 نفر از جوانان برومند این کشور در جنگ با دشمن کشته و تعداد 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق جنگ زده آن بی‌خانمان و به سایر نقاط آواره می‌شوند. اما اگر به محتویاتی که در دل شگفت‌زای تاریخ ذخیره شده است مراجعه کنیم، افق پر امید و روشنی در حال اشراق خواهیم دید و این افق لاجرم دیر و یا زود از حافظه کامپیوتر مانند تاریخ تجلی خواهد کرد. کلیه ایرانشناسان اظهار عقیده کرده اند که ایرانی در تمام طول پرنشیب و فراز تاریخ پردوامش 10 بار به مرز نیستی و انهدام نزدیک شده، ولی با استفاده از طبیعت و شور میهندوستی‌اش خطر انهدام را رفع و به هستی افتخارآمیزش ادامه داده است. به یقین خطری که امروز از جهت گروهی ملای خودخواه که خدا را فراموش کرده و به دین او تظاهر می‌کنند، ملیت ایرانی را تهدید می‌کند، مخاطر آمیزتر از فتنه‌هایی که برای نابودی این ملت باستانی در بعضی دوره‌های بحرانی تاریخ طرح شده بود نیست. ایرانی در طول تاریخ خود ثابت کرده است که زنده است و زنده خواهد ماند. اگر ملاها خدا را فراموش کرده و به منظور به تحقق رسانیدن جاه طلبی‌های فردی خود به دین خدا تظاهر می‌کنند، بگذار ثابت شود که ایرانی دارای خدای واقعی و دین حقیقی است و هم ملت و هم سرزمین باستانیش باقی و برقرار خواهد ماند. ایرانی کشته می‌دهد که نابود نشود و به یقین از خون سرخ کشته‌هایش ایرانی سربلند و آزاد جوانه خواهد زد. ایران تو بمان، غایت مقصود همین است. پایان. مجله اینترنتی آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com